آیین دوستیابی، نویسنده دیل کارنگی. چگونه دوستان خوب بیابیم و آنان را حفظ کنیم. کتاب آیین دوستیابی ابتدا در سال 1937 در 5000 نسخه به چاپ رسید. دیل کارنگی و ناشران دیگر چون سایمون و شوستر انتظار فروش بیش از این را هم نداشتند. بعدها آنچه که موجب حیرت آنها شد این بود که این کتاب یک شبه به رویداد مهمی تبدیل شد و نسخه‌های متعددی از آن در پاسخ به تقاضای روزافزون عموم مردم در انتشارات متفاوت به چاپ رسید و به زودی به عنوان پرفروش‌ترین کتاب بین‌المللی جای خود را در تاریخ انتشارات باز کرد و از آن پس این کتاب پاسخگوی نیازهای افرادی شد که افسردگی پدیده روزمره زندگی آنان شده بود، به طوری که فروش بیوقفه آن تا دهه 80 یعنی نیم قرن بعد از آن گواه بر این امر می باشد. دیل کارنگی معتقد بود درآوردن $1,000,000 پول آسانتر از نوشتن یک عبارت به زبان انگلیسی است. از این رو آیین دوستیابی عبارتی شد که در تعابیر متفاوت به طور نقل و طنز در متن‌های بیشماری از کارتون‌های سیاسی تا کتاب‌های رمان مورد استفاده قرار گرفت و به طور معمول به تمام زبان‌های مکتوب ترجمه شد و هر نسل این کتاب را مطابق با خواسته‌های نسل خود آن را پدیده‌ای نو کشف کرد. پرسش منطقی که به ذهن می‌رسد این است: چرا باید این کتاب را که در گذشته و حال با استقبال باز جهانی روبرو بوده تجدید نظر کرد و چرا باید این موفقیت را برهم زد؟ در پاسخ باید بدانیم که دیل کارنگی فردی بود که به طور خستگی ناپذیر تمام آثار خود را در طول عمرش تجدید نظر می‌کرد. کتاب آیین دوستیابی برای بکارگیری در متون آموزشی او در رشته گفتار تأثیرگذار و روابط انسان‌ها نوشته شد که هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا زمان مرگ خود در سال 1955 کارنگی به طور مداوم به اصلاح و بهتر کردن آثار خود می‌پرداخت تا در برآورده کردن نیازهای روبرشت مردم اثر مفیدتری را ارائه دهد. هیچ کس به اندازه خود او نسبت به روند متغیر زندگی روز جاری حساس نبود. از این جهت مرتب روش‌های آموزشی خود را بهتر می‌کرد، به طوری که چندین بار کتاب گفتار تأثیرگذار را به روز درآورد. اگر بیش از این زنده بود، خود او به تجدید نظر آیین دوستیابی می‌پرداخت تا بتواند تغییراتی را که از دهه 30 در جهان اتفاق افتاده است را بهتر منعکس کند. اسامی بسیاری از افرادی که در چاپ اول این کتاب صاحب نام بودند برای خیلی از خوانندگان امروز ناشناخته باقی مانده است. از طرف دیگر عبارت‌ها و نمونه‌های خاصی از این کتاب در مقایسه با موقعیت اجتماعی کنونی ما همانند رمان ویکتوریایی کهنه و عجیب به نظر می‌رسد که منجر به ضعیف شدن پیام و تأثیر عمومی این کتاب شده است. بنابراین هدف ما از تجدید نظر این کتاب تقویت و روشن ساختن عبارت‌های بدون تغییر در مفهوم آن برای خوانندگان امروزی می باشد و تنها تغییری که انجام گرفته جایگزین کردن عبارت‌های مؤثر به جای عبارت‌های کهنه است. و روش شاد و جسورانه کارنگی دست نخورده و سالم باقی مانده. حتی زبان عامیانه دهه 30 هنوز بر جای خود باقی است و این نشان می‌دهد کارنگی همانطور که شاداب و پرشور و عامیانه صحبت می‌کرده همانطور هم مطالب خود را می‌نوشته. به همین دلیل است که صدای او بیش از هر زمان دیگر در کتاب و اثر او رساتر به گوش می‌رسد. هزاران نفر در سرتاسر جهان مشغول به تحصیل در دوره‌های آموزشی کارنگی هستند و هزاران نفر دیگر برای یادگیری اصول بهتر زندگی کردن مشغول به خواندن و شنیدن آثار او هستند. از این رو به تمام شنوندگان نسخه جدید تجدید نظر شده این نسخه را که همانند شیئی ابزار خورده و صیقل داده شده است را توصیه می‌کنم. دورتی کارنگی، خانم کارنگی. چرا و چگونه این کتاب نوشته شد؟ نوشته دیل کارنگی. در 35 سال آغاز قرن 20 ناشران آمریکایی بیش از 1/5 از 1,000,000 کتاب را به چاپ رساندند که بیشتر آنها کسل کننده بودند و بسیاری هم از نظر اقتصادی شکست خوردند. به گونه‌ای که مدیر یکی از بزرگترین چاپخانه‌های جهان اعتراف کرد بعد از 75 سال سابقه در چاپ و نشر کتاب هنوز از هر 8 کتابی که چاپ می‌کند فقط 1 کتاب را می‌تواند بفروشد. بنابراین چرا باید برای نوشتن کتاب دیگری ریسک کنم و چرا بعد از آن که آن را نوشتم شما باید به خودتان زحمت بدهید که آن را بخوانید؟ به نظر من هر دو سوال منطقی است و من به هر دو پاسخ خواهم داد.
از سال 1912 من در نیویورک برای خانم‌ها و آقایان شاغل و صاحب حرفه در نیویورک دوره‌های آموزشی را تدبیر و رهبری کردم. ابتدا این دوره فقط در ارتباط با آیین سخنوری بود و برای آموزش بزرگسالان در نظر گرفته شد تا آنان بتوانند با کسب تجربه به حالت ایستاده فکر کنند، سپس عقاید خود را به طور آشکار بیان کنند و بتوانند در جمع مردم یا در مصاحبه‌های شغلی با متانت و نفوذ هرچه بیشتر حاضر شوند و سخنرانی کنند. اما با گذشت زمان متوجه شدم که بزرگسالان بیشتر از آنچه که لازم باشد درست سخنرانی کنند، ضرورت دارد کنار آمدن با مردم و ایجاد رابطه در امور تجاری و روابط اجتماعی را بیاموزند. همچنین متوجه شدم که خودم هم نیاز مبرمی به این آموزش دارم و با مروری در سالهای گذشته به کمبود نکته‌سنجی و ادراک خود پی بردم و از این همه بی‌تناسبی و فقدان تفاهم با دیگران حقیقتاً یکه خوردم. ای کاش 20 سال پیش چون این کتابی در اختیار من بود. اگر اینطور بود حتماً موهبت ارزشمندی نصیبم شده بود. رفتار با مردم به خصوص در محیط کار بزرگترین مشکلی است که شما با آن مواجه هستید و به همان اندازه این مشکل برای یک خانم خانه‌دار، یک معمار یا یک مهندس موجود می باشد. تحقیقاتی که در چند سال گذشته تحت حمایت مؤسسه پیشبرد آموزش کارنگی انجام شده بود، حقیقت قابل توجهی را آشکار کرد که بعدها نیز این حقیقت توسط مطالعات بیشتر در مؤسسه فناوری کارنگی به قوت خود باقی ماند. این مطالعات و تحقیقات نشان داد حتی در شغل‌های فنی از قبیل مهندسی 15% از موفقیت مالی فرد به دانش فنی او و 85% به مهارت، توانایی و شخصیت فرد در هدایت او در این مسیر وابسته می باشد. در طی سالهای گذشته در هر فصل دوره‌هایی را در انجمن مهندسین فیلادلفیا و دوره‌هایی را برای مهندسین برق مؤسسه آمریکایی در انجمن محلی نیویورک برگزار کردم، به طوری که بیش از 1500 مهندس در کلاس‌های من قبول شدند. آنها با من موافق بودند، زیرا بعد از سالها تجربه و مشاهده پی بردند که پرسنل پردرآمد در رشته مهندسی افرادی نیستند که بیشترین اطلاعات و فنون را داشته باشند، بلکه اگر هر کس علاوه بر معلومات فنی دارای توانایی ابراز عقاید، عهده‌دار شدن مدیریت و ایجاد اشتیاق در دیگران باشد، قوی ترین بوده و در جایگاه اول قرار می گیرد. به عنوان مثال هر کسی می تواند توانایی فنی خود را در مهندسی، حسابداری، معماری یا شغل دیگر با کمترین درآمد به کار گیرد. جان دی راکفلر در طول مدت فعالیت‌های جوانیش معتقد بود قدرت کنار آمدن با مردم کالایی چون شکر و قهوه است که می شود آن را خرید و من برای خریدن چنین قدرتی پول بیشتری پرداخت خواهم کرد. آیا تصور کردید که اگر هر کالج روی زمین بتواند برای توسعه توانایی‌های گران قیمت جهان دوره‌های آموزشی برگزار کند چه پیش خواهد آمد؟ باید بگویم آنچه موجب ترغیب انگیزه من در نوشتن متن کنونی شده این است که حتی در یک کالج از کالج‌های جهان یک دوره آموزشی واقعی و عملی در جهت توسعه توانایی‌های بزرگسالان به وجود نیامده. دانشگاه شیکاگو و مدارس متحد YMCA مطالعاتی را انجام دادند تا مشخص کنند که افراد بزرگسال به مطالعه چه موضوعاتی علاقه‌مند می‌باشند. این تحقیق $25,000 هزینه و 2 سال وقت برد و آخرین بخش این تحقیق در شهر مریدن آمریکا انجام گرفت. هر یک از افراد در شهر مریدن برای مصاحبه و پاسخ به 156 پرسش دعوت می شدند که پرسش ها عبارت بودند از: شغل شما چیست؟ میزان تحصیلات شما چقدر است؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟ چه مشکلاتی دارید؟ به مطالعه چه مطالبی علاقه‌مند هستید؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که سلامتی علاقه اول آنها و کنار آمدن با مردم علاقه دوم آنها بود. اینکه چطور بتوانند با مردم کنار بیایند، چگونه مردم آنها را دوست داشته باشند، چگونه دیگران را با عقاید خود آشنا کنند. بنابراین کمیته برگزار کننده این تحقیق تصمیم گرفت مطابق با نیازهای افراد در مریدن دوره‌های آموزشی مفید و عملی را فراهم کند، اما سعی و تلاش آنها نتیجه رضایت بخشی نداشت.
سرانجام با یکی از برجسته ترین کارشناسان جهان در زمینه تحصیلات افراد بزرگسال تماس گرفتند و از او تقاضا کردند اگر کتابی را میشناسد که نیازهای این افراد را رفع کند به آنها معرفی نماید. اما او در پاسخ گفت: من میدانم که این افراد چه میخواهند، اما کتابی در این زمینه هرگز نوشته نشده است. به خاطر تجربه‌ای که داشتم میدانستم این جمله یک حقیقت است، چون من خودم سالها بود که به دنبال کشف یک کتاب راهنما در زمینه روابط انسانها بودم. چون این کتابی پیدا نشد، سعی کردم تا برای آموزش در دوره‌های خودم کتابی را بنویسم و حالا این کتابی است که من نوشتم. امیدوارم از شنیدن آن لذت ببرید. برای نوشتن این کتاب مطالب زیادی را از روزنامه‌ها و مجله‌ها، گزارش‌های مربوط به دادگاه‌های خانواده، آثار فیلسوفان گذشته و روانشناسان جدید مورد مطالعه و بررسی قرار دادم. به علاوه محقق حرفه‌ای را به مدت 1.5 سال استخدام کردم تا در کتابخانه‌های متعدد به مطالعه و بررسی آنچه که از قلم افتاده بود بپردازد. برای مثال استخراج مطالب علمی در زمینه روانشناسی، مطالعه صدها مقاله در مجله‌های متفاوت و تحقیق درباره بیوگرافی بسیاری از رهبران بزرگ تمام دوران‌ها که چگونه با مردم کنار می‌آمدند. همچنین ما بیوگرافی و داستان زندگی افراد بزرگی چون جولیوس سزار و توماس ادیسون را مطالعه کردیم. به یاد دارم که فقط بیش از 100 بیوگرافی از تئودور روزولت را بازخوانی کردیم. در ضمن تصمیم جدی گرفته بودیم که هیچ هزینه و وقتی را هدر ندهیم و هر روش و طریقی که افراد در طول زندگیشان برای دوستیابی و حفظ آنان به کار گرفتند را پیدا کنیم و بخوانیم. من شخصا با بسیاری از افراد موفق مصاحبه کردم که بعضی از آنان مشهور خاص و عام بودند. از جمله مخترعین مارکونی و ادیسون، رهبران سیاسی فرانکلین دی روزولت و جیمز فارلی، رهبران تجاری اوون دی یانگ، ستاره‌های سینما کلارک گیبل و مارک ریکفولد، جهانگردان مارتین جانسون. همچنین سعی کردم تا تمام فنونی را که آنها در روابط با انسانها به کار میبرند را کشف کنم. از تمام موضوعهای جمع‌آوری شده گفتگوی کوتاهی را آماده کردم و عنوان آن را چگونه دوستان خوب بیابیم و آنان را حفظ کنیم نامیدم. در ابتدا فقط یک گفتگوی کوتاه بود، اما خیلی زود به یک سخنرانی 1.5 ساعت گسترش پیدا کرد و سالها این سخنرانی را برای اعضای مؤسسه کارنگی در نیویورک درس میدادم. بعد از اجرای سخنرانی و ایراد مطالب، شنوندگان را تشویق می‌کردم تا در محیط اجتماعی و شغلیشان آن را امتحان کنند. سپس تجربه و نتایج به دست آمده را در کلاس گزارش دهند. چه مأموریت جالبی! خانم‌ها و آقایانی که مشتاق پیشرفت شخصی بودند در یک آزمایشگاه جدید جذب کار شدند. و این اولین آزمایشگاهی بود که درباره روابط انسان‌ها شروع به کار می‌کرد. این کتاب با عبارت‌ها و مفاهیم یک نواخت نوشته نشده، بلکه همان گونه که کودک رشد می‌کند، این کتاب نیز در اثر تجربیات هزاران نفر از اعضای آزمایشگاه به پیشرفت و توسعه رسیده است. سالها قبل ما کارمان را با چاپ یک سری قوانین روی یک کارت که به اندازه کارت پستال بود شروع کردیم. فصل بعد کارت بزرگتری چاپ کردیم، اعلامیه، و بعد تبدیل به یک سری جزوه شد که روز به روز از نظر محتوا و اندازه گسترش می‌یافت. قوانینی را که ما در اینجا وضع کردیم فقط تئوری و گمان زنی نیست، بلکه حقایقی هستند که به طور باور نکردنی اثر جادویی بر جای می‌گذارند و من خود دیدم که به کارگیری این قوانین زندگی افراد بیشماری را تغییر داده. برای مثال، مدیر یک شرکت همراه با 314 نفر از کارمندانش در یکی از کلاس‌های آموزشی ما شرکت کردند. قبل از این او بدون هیچ ملاحظه و محدودیتی با ملامت و سرزنش از کارکنان خود کار می‌کشید و واژه‌هایی از قبیل مهربانی، ابراز قدردانی، تشویق برای او بیگانه بودند. اما پس از مطالعه اصول و قوانین این کتاب به طور اساسی فلسفه زندگی خود را تغییر داد. در حال حاضر شرکت او شور و اشتیاق، وفاداری و تقویت روحیه همکاری در کارهای گروهی را سرمشق کار خود قرار داده، به طوری که 314 دشمن تبدیل به 314 دوست شدند. او در اظهارات خود با افتخار گفت: من وقتی وارد شرکت می شدم هیچ کس به من سلام نمی کرد و کارمندان سمت دیگری را نگاه می کردند تا من رد شوم، اما حالا همه با من دوست هستند. حتی سرایدار شرکت من را با اسم کوچک صدا می کند.
این مدیر نفع و اوقات فراغت زیادی را برای خود کسب کرده و از همه مهمتر در خانه و محیط کارش به شادابی و اشتیاق زیادی دست یافته. بسیاری از فروشندگان با بکارگیری این قوانین تا حد زیادی درصد فروش خود را بالا بردند. بسیاری نیز حسابهای جدیدی را که قبل از این راکت بوده است را باز کردند. مدیران از اعتبار، قدرت و درآمد بیشتری برخوردار شدند. برای نمونه یکی از مدیران گزارش داد پس از بکارگیری این اصول درآمد و افزایش چشمگیری داشته. از طرف دیگر مدیر کارخانه تولیدی گاز در فیلادلفیا در سن 65 سالگی به دلیل پرخاشگری و عدم صلاحیت رهبری کارکنان و تنزل مقام مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفت. اما گذراندن این دوره آموزشی نه تنها او را از تنزل مقام نجات داد، بلکه موجب ترقی و دریافت حقوق بالا برای او شد. در بسیاری از مواقع در جشن پایان دوره که بسیاری از همسران نیز در آن شرکت می‌کنند، همه معتقدند که بعد از شروع این دوره فضای خانه آنها بسیار شادتر از قبل شده است. اغلب افراد از نتایج معجزه‌آسایی که به دست می‌آورند متعجب می‌شوند و گاهی اوقات هنگامی که در اوج شادی هستند، در روزهای یک شنبه به من تلفن می‌کنند و گزارش موفقیت خود را می‌دهند و نمی‌توانند تا 48 ساعت برای جلسه بعدی صبر کنند. یا فرد دیگری که کلاس و یادگیری اصول برای او بسیار ثمربخش بود، تمام شب را با اعضای کلاس به بحث و جدل پرداخت و هنگامی که متوجه اشتباهات خود شد، به خود لرزید، اما به خود فهماند که در پیش روی او دریچه امیدوار کننده ای از جهان باز است. این طرز فکر آنقدر به او روحیه داده بود که نتوانسته بود تا چند روز و چند شب بخوابد. به نظر شما او چگونه فردی بود؟ یک فرد ساده‌لوح و بی‌سواد که در برابر هر موضوعی شور و اشتیاقش فوران می‌کند؟ خیر، برعکس، او انسان بسیار فعال، پرنشاط، فرهیخته و با تجربه در بکارگیری هنر بود و می‌توانست به 3 زبان متفاوت به طور سلیس و روان صحبت کند. در ضمن از 2 دانشگاه اروپایی فارغ التحصیل شده بود. هنگامی که این کتاب را نوشتم، از یک اشرافزاده آلمانی در یک مدرسه قدیمی که تمام اجدادش به عنوان افسران حرفه‌ای ارتش به نسل‌های متعددی خدمت کرده بودند، نامه‌ای دریافت کردم. نامه او که از آن سوی اقیانوس اطلس در یک کشتی تجاری نوشته شده، گویای این مطلب بود که چگونه به کارگیری قوانین رفتاری، اشتیاق و اعتقاد مذهبی او را بالا برده. همچنین شخص دیگری که اهل نیویورک و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و مالک کارخانه فرش بود، مدعی شد آنچه را که در طول 14 ماه درباره هنرهای زیبا و تأثیرگذاری بر افراد یاد گرفته، خیلی بیشتر از 4 سال تحصیل در کالج بوده. آیا این احمقانه است، خنده‌دار است و یا شگفت‌انگیز؟ البته شما حق دارید با هر صفتی که دوست دارید این نظر را تعبیر کنید. من فقط گزارش و نتیجه عملکرد او را بیان می‌کنم که به عنوان یک کارشناس فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد در یک سخنرانی مقابل 600 نفر در باشگاه ییل در 23 فوریه 1933 در یک عصر پنجشنبه در نیویورک بسیار موفق و محافظه‌کارانه عمل کرد و بر شنوندگان خود تأثیر مطلوبی گذاشت. ویلیام جیمز، پروفسور نامی دانشگاه هاروارد، گفته در مقایسه با آنچه که باید باشیم، فقط به اندازه نیمی از توانایی‌های خود هستیم. ما تنها سهم کوچکی از منابع فیزیکی و ذهنی خود را به کار می‌بریم و هیچ فردی فراتر از محدودیت‌های خود زندگی نمی‌کند، به گونه‌ای که او مالک توانایی‌های متعددی است که بنابر عادت از بکارگیری آنها عاجز است. تنها هدف این کتاب اکتشاف، توسعه و بهره‌وری از استعدادهای نهفته فرد می باشد. دکتر جان جی هیبن، مدیر اسبق دانشگاه پرینستون، اظهار داشت به دست آوردن توانایی مواجه شدن با موفقیت‌های زندگی است. اگر 3 فصل اول کتاب را شنیدید و خود را برای مواجه شدن با موفقیت‌های زندگی آماده ندیدید، من این کتاب را یک اثر ناموفق و شکست خورده تلقی خواهم کرد، زیرا به قول هربرت اسپنسر هدف اصلی تحصیل دانش نیست بلکه عمل است و این کتاب صوتی یک کتاب عمل است. 9 پیشنهاد برای اینکه بیشترین بهره را از این کتاب ببریم. 1.
اگر دوست دارید بیشترین استفاده را از این کتاب ببرید، باید شرایطی را رعایت کنید. شرطی که از هر فن و قانونی ضروری تر است. اگر این شرط را رعایت نکنید، هزاران قانون هم در موفقیت به شما کمک نخواهد کرد. بنابراین اگر این نعمت بزرگ را داشته باشید، شما می توانید نکته‌های بسیار شگفت‌انگیزی را از این کتاب یاد بگیرید. به نظر شما این نیاز جادویی چیست؟ آن چیزی نیست جز برانگیختن علاقه و میل شما برای یادگیری و تصمیم راسخ در افزایش توانایی خودتان در رفتار با مردم. چگونه می توانید چنین نیازی را در خود پرورش دهید؟ جواب این است: مرتب به خود یادآوری کنید که تا چه حد یادگیری این قوانین برای شما اهمیت دارد و شما را در داشتن یک زندگی شاد، غنی و رضایت بخش هدایت خواهد کرد و مرتب به خود بگویید شهرت، خوشبختی و ارزش من به مهارت من در رفتارم با مردم بستگی دارد. 2. ابتدا هر فصل را بشنوید تا یک مفهوم کلی از آن بگیرید. احتمالاً بعد از آن وسوسه می‌شوید تا فصل بعدی را شروع کنید. این کار را نکنید مگر اینکه بخواهید فقط برای سرگرمی آن را بشنوید. اما اگر قصد دارید در مورد روابط انسان‌ها چیزهای بیشتری یاد بگیرید و مهارت خود را بالا ببرید، باید برگردید و هر فصل را به دقت مرور کنید. و این به معنای نتیجه گرفتن و ذخیره کردن وقت شماست. 3. به طور مرتب در حین شنیدن صبر کنید و درباره آنچه میشنوید فکر کنید و از خود بپرسید چگونه و چه وقت میتوانید این پیشنهادها را به کار گیرید. 4. هنگام شنیدن خودکار، مداد و یا وسیله‌ای برای نوشتن به همراه کاغذ در دست داشته باشید تا وقتی نکته مهمی را شنیدید آن را یادداشت کنید و اگر این نکته یک پیشنهاد 4 ستاره‌ای می باشد، یعنی بسیار مهم، آن را با یک مارکر پررنگ کرده و یا با نشان ستاره 4 بار علامت گذاری کنید. این روش شنیدن این کتاب را جذابتر می کند و به شما کمک می کند آسانتر و سریعتر نکات آن را مرور کنید. 5. خانمی را می شناختم که به مدت 15 سال مدیر یک شرکت بیمه بود و هر ماه تمام قراردادهای بیمه‌ای که شرکت در آن ماه منعقد می‌کرد را می‌خواند. چرا او این کار را می‌کرد؟ زیرا تجربه به او آموخته بود که این تنها راهی است که می‌تواند تمام شرایط و مفاد قرارداد را به طور واضح به ذهن خود بسپارد. همچنین خود من برای نوشتن کتاب آیین سخنوری 2 سال وقت صرف کردم و در حین کار متوجه شدم گاهی برای اینکه مطالب نوشته شده را به خاطر بیاورم باید آن را مرور کنم، چون انسان به سرعت همه چیز را فراموش می کند و این به نظر من خیلی تعجب آور است. بنابراین اگر می خواهید از شنیدن این کتاب واقعا بهره ببرید و از آن استفاده کنید، فکر نکنید یک بار شنیدن آن هم به طور اجمالی کافی خواهد بود، بلکه باید آن را چندین بار به دقت بشنوید. چند ساعت در ماه باید به مرور و بازخوانی یادداشت‌های خود بپردازید. سعی کنید همیشه فایل این کتاب صوتی را در اختیار داشته باشید و هر از گاهی آن را مجدداً بشنوید و دائم به خود القا کنید که چه پیشرفت و چه موفقیت‌هایی در انتظار شماست. بیاد داشته باشید که به کارگیری این قوانین توسط شما به عادتهای زندگی شما تبدیل می شوند و این قوانین جز با مرور و به کارگیری مداوم و مشتاقانه عملی نخواهند شد. 6. به قول برنارد شاو که گفت اگر به انسان نیاموزند او هرگز یاد نمیگیرد، یادگیری فرایند بسیار فعالی است که ما با عمل کردن یاد میگیریم. پس اگر مایل هستید بر آنچه که میشنوید غالب شوید، باید در تمام فرصتهای زندگیتان این قوانین را به کار بگیرید. در غیر این صورت همه را فراموش میکنید، چون آن دانشی در ذهن شما ماندگار میماند که آن را به مرحله عمل درآورید. البته شاید در ابتدا به کارگیری این توصیه ها برای شما مشکل باشد و من به این موضوع کاملا واقفم. با اینکه خود این کتاب را نوشتم، ولی هنوز به کارگیری تمام بخش‌های آن را مشکل می‌بینم. به عنوان مثال، وقتی شما عصبانی هستید، انتقاد و محکوم کردن افراد خیلی آسان‌تر از آن است که اطرافیانتان را درک کنید. همچنین ایراد گرفتن خیلی راحت‌تر از تحسین کردن است و صحبت کردن درباره آنچه که خودتان می‌خواهید بسیار راحت‌تر از صحبت کردن در مورد آنچه که دیگران می‌خواهند است.
پس هنگام شنیدن این کتاب صوتی باید به خاطر داشته باشید که شما صرفاً به فراگیری اطلاعات نمی پردازید، بلکه شما تلاش می کنید تا عادات و روش‌های جدیدی برای زندگیتان خلق کنید و این نیاز به زمان، پشتکار و تمرین روزانه دارد. پس این کتاب صوتی می تواند راهنمایی بسیار مؤثر در روابط انسانها باشد و شما هنگامی که با مشکلی مواجه می شوید، مثل کنترل کردن بچه‌ها، متقاعد کردن همسرتان یا راضی کردن مشتری عصبانی، بلافاصله می توانید یادداشت‌های خود را مرور کنید و بخش‌های مهم آن را دوباره بازخوانی کنید و یک راه حل جادویی برای خود پیدا کنید. 7. یک مسابقه زنده ترتیب بدهید. برای مثال، برای باختن در این مسابقه در ازای هر بار سرپیچی از این قوانین به همسر، فرزند یا همکار خود مبلغ $1 یا یک سکه 10 سنتی پرداخت کنید. 8. یک بار مدیر یکی از بانک‌های معروف پیش من آمد و تعریف کرد که چگونه از یک سیستم بسیار کارآمد در موفقیت و پیشرفت خود استفاده کرده. او آدم تحصیل کرده ای نبود، اما یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران آمریکا شده بود و اعتراف کرد که تمام موفقیت خود را مدیون استفاده از سیستمی است که خودش آن را ساخته. اکنون از زبان خود او بشنوید که چه کاری انجام داده. سالها دفترچه‌ای را در اختیار داشتم که یادداشت‌های روزانه‌ام و تمام ملاقات‌هایی که در طی روز داشتم را در آن می‌نوشتم. خانواده‌ام در شب شنبه هیچ برنامه‌ای برای من ترتیب نمی‌دادند، چون می‌دانستند که بخشی از عصر شنبه را به ارزیابی خودم و امور کاریم می‌پردازم. بعد از شام به اتاقم می‌رفتم، دفترم را باز می‌کردم و همه ملاقات‌ها، مصاحبه‌ها و جلسه‌های مذاکره‌ای را که در طول هفته انجام داده بودم را مرور می‌کردم و از خودم می‌پرسیدم کجای کار اشتباه کردم؟ برای جبران اشتباهم و پیشرفت در کارم چه روشی را باید در پیش گیرم و از چه تجربیاتی باید درس بیاموزم؟ اغلب مرور هفتگی این مطالب مرا خیلی ناراحت می‌کرد و از اشتباهات خودم متعجب می‌شدم، اما با گذشت زمان اشتباهات من کمتر شدند. گاهی اوقات دلم می‌خواست بعد از جلساتی که با خودم داشتم با دستم محکم به پشت خودم بزنم و به خود آفرین بگویم. این روش را که نوعی خودآموزی و خود تحلیلی بود سالهای سال ادامه دادم و بیش از هر روش دیگری از آن درس گرفتم. این سیستم توانایی تصمیم گیری من را بالا برد و در ارتباط برقرار کردن با مردم کمک بزرگی به من کرد. چرا ما برای بررسی اعمال خود از چنین سیستمی استفاده نکنیم؟ اگر چنین کاری را انجام دهید 2 نتیجه عایدتان خواهد شد. اولا که شما درگیر یک روند آموزشی می‌شوید که هم بسیار ارزشمند و هم بسیار جذاب است. دوم، توانایی رفتار و ملاقات با مردم در شما به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. 9. در یک دفتر شما باید گزارش موفقیت و پیروزی خود را از بکارگیری قوانین این کتاب صوتی بنویسید. سعی کنید انسان خاصی شوید. اسم، تاریخ، نتایج و دیگر اطلاعات مربوط را یادداشت کنید. به طور یقین نگه داشتن چنین گزارشی سعی شما را در رسیدن به اهدافتان دوچندان خواهد کرد و چقدر جذاب خواهد بود وقتی که شما چند سال بعد در بعضی از عصرها یادداشت‌های خود را مرور می‌کنید. برای اینکه بیشترین استفاده را از این کتاب صوتی ببرید، الف، میل و علاقه عمیقی را در خود پرورش دهید تا بر قوانین روابط انسان‌ها تسلط بیابید. ب، قبل از اینکه به فصل بعدی بروید، هر فصل را دوباره بشنوید. پ، در حین شنیدن این کتاب صوتی چند لحظه صبر کنید و از خود بپرسید که چگونه می‌توانید هر یک از این پیشنهادها را به کار گیرید. ت، نکات مهم را یادداشت کنید. س، هر ماه این کتاب صوتی را دوباره بشنوید. جیم، در هر فرصتی از قوانین این کتاب صوتی برای حل کردن مشکلات روزمره خود استفاده کنید و یادداشت‌های خود را همواره به همراه داشته باشید. چه؟ با دوستان خود مسابقه‌ای ترتیب دهید که اگر آنها متوجه سرپیچی شما از قوانین این کتاب شدند، شما مبلغ $1 یا یک سکه 10 سنتی بابت باختن در مسابقه به آنها پرداخت کنید. ه، پیشرفت‌هایی را که در طول هفته داشته اید بنویسید و از خود بپرسید چه اشتباهی کرده اید، چه پیشرفتی داشته اید، برای آینده چه درسی را یاد گرفته اید. خ،
در یک دفتر یادداشت‌هایی را ثبت کنید تا نشان دهد چطور شما این قوانین را به کار بسته‌اید. بخش اول، فنون اساسی در چگونگی رفتار با مردم. فصل اول. اگر می‌خواهید عسل جمع آوری کنید، هرگز به کندوی زنبورها لگد نزنید. در 7 ماه می 1921 جنجالی ترین دستگیری یک مجرم در شهر نیویورک که تا آن زمان در نوع خود بی سابقه بود، سر و صدای زیادی را برپا کرد. بعد از هفته‌ها جستجو، کرولی قاتل 2 تفنگه که اهل دود و مشروب هم نبود در آپارتمان دوست خود در خیابان وست اند به دام افتاد. 150 پلیس و کارآگاه تمام راه‌ها و مخفیگاه‌های طبقه بالا را محاصره کردند و منفذهایی را در پشت بام ایجاد کردند تا بتوانند کرولی را که قاتل پاسبان‌ها بود با گاز اشک‌آور بیرون بکشند. سپس تیربارهای خودشان را در اطراف ساختمان مستقر کردند. بعد از 1 ساعت یکی از مناطق مسکونی زیبای نیویورک در اثر تق و تق تیربارها و شلیک تپانچه‌ها به لرزه افتاد. کرولی که پشت یک صندلی قراضه پنهان شده بود، مرتب به پلیس شلیک می‌کرد و حدود 10,000 نفر از اهالی منطقه با هیجان مبارزه را تماشا می‌کردند، زیرا چنین حادثه‌ای قبلا در پیاده‌روهای نیویورک رخ نداده بود. هنگامی که کرولی دستگیر شد، پلیس ارشد EP مولرونی اظهار کرد که این جانی 2 تفنگه خطرناکترین مجرمی بوده که او در تاریخ نیویورک با آن مواجه شده و بیدرنگ او را خواهد کشت. اما کرولی 2 تفنگه چگونه به خود می‌نگرد؟ وقتی که پلیس به طرف آپارتمان او شلیک می‌کرد و رد خون از زخم‌های کرولی روی کاغذ می‌ریخت، او نوشت: زیر این لباس یک دل خسته اما مهربان وجود دارد، دلی که به هیچ کس آسیب نمی‌رساند. چند روز قبل از حادثه، کرولی با نامزد خود در یکی از خیابان‌های شهر به نام لانگ آیلند داشت با دوست خود صحبت می‌کرد که ناگهان یک افسر پلیس به طرف اتومبیل او آمد و گفت: گواهینامه‌تون رو ببینم. کرولی بدون ادای یک کلمه اسلحه‌اش را کشید و افسر پلیس را به رگبار گلوله بست. بعد از اینکه آن افسر به زمین افتاد، کرولی از اتومبیل بیرون پرید و 7 تیر آن پلیس را قاپید و گلوله دیگری به بدن بیجان او شلیک کرد و این قاتلی بود که گفت: زیر این لباس یک دل خسته اما مهربان وجود دارد، دلی که به هیچ کس آسیب نمی‌رساند. کرولی را به اعدام با صندلی الکتریکی محکوم کردند. وقتی که به اتاق مرگ در زندان سینگ سینگ رسید، فکر می‌کنید گفت: این مجازات کشتن مردم است؟ خیر، او گفت: این مجازات کاری است که من برای دفاع از خود کردم. نکته مهم این داستان همین است که کرولی برای هیچ چیز خود را سرزنش نکرد. آیا در بین مجرمین این طرز فکر عجیبی است؟ اگر شما چنین فکر می‌کنید به گفته زیر توجه کنید. بهترین سالهای زندگیم را صرف شاد کردن مردم و کمک کردن به آنها کردم تا بتوانند اوقات خوشی داشته باشند، اما فقط با خشونت مواجه شدم و این ماهیت زندگی یک انسان تحت تعقیب است. این گفته آل کاپون، بدنامترین دشمن امنیت جامعه آمریکا و رئیس مخوفترین گروه گانگستری شیکاگو می باشد. کاپون خود را محکوم نکرد، بلکه خود را یک خیرخواه عمومی می دانست که در مورد او سوء تفاهم شده و در ضمن از او تقدیر هم نشده. داچ شولتز هم قبل از اینکه با گلوله‌های گانگستران در نیویورک از پای درآید همین را گفت. او که یکی از مشهورترین جنایتکاران نیویورک بود، در مصاحبه با روزنامه گفت او یک خیرخواه عمومی است و به این حرفش ایمان داشت. از سوی دیگر من با لوئیس لاوز، رئیس زندان بدنام سینگ سینگ در نیویورک، در مورد این موضوع مکاتبات جالبی داشتم. او در نامه‌هایش می‌نوشت تعداد خیلی کمی از مجرمین زندان سینگ سینگ خود را آدم‌های بدی می‌دانند. آنها هم مثل ما انسان هستند و برای خود دلیل و منطق دارند. برای مثال می‌توانند برای ما شرح بدهند که چرا یک گاو صندوق را می‌شکنند یا چرا خیلی سریع ماشه تفنگ را می‌کشند. بیشتر آنها سعی می‌کنند با استدلال منطقی یا سفسطه آمیز عمل ضد اجتماعی خود را توجیه کنند و با شهامت بسیار اعتراض می‌کنند که آنها نباید زندانی می‌شدند. اگر آل کاپون، کرولی 2 تفنگه، داچ شولتز و دیگر مردان و زنان مجرم در پشت میله‌های زندان خودشان را هرگز سرزنش نمی‌کنند،
پس تکلیف مردمی که من و شما مرتب با آنها در تماس هستیم چه می شود؟ جان وانامیکر که مؤسس چند فروشگاه به نام خودش بود اقرار کرد: 30 سال پیش من یاد گرفتم سرزنش کردن کار احمقانه است و تلاش می کنم تا بر نقطه ضعف‌های خودم غالب شوم و هرگز از این که خداوند مصلحت ندانسته تا به تمام بنده‌های خود به اندازه مساوی نعمت هوش و ذکاوت را عطا کند عصبانی نیستم. وانامیکر این درس را خیلی زود یاد گرفت، ولی خود من شخصاً باید 1/3 قرن در این دنیای کهن مرتکب اشتباه می شدم تا این موضوع برایم روشن شود که در 99% موارد افراد هر چقدر هم مرتکب خطا شوند خود را برای رفتارهای نادرست سرزنش نمی کنند. سرزنش و عیبجویی بیفایده است، چون انسان را در موقعیت دفاعی قرار می دهد و او را وادار می کند تا برای توجیه کردن خود از هر راهی استفاده کند. بنابراین سرزنش خطرناک است، زیرا غرور ارزشمند فرد را جریحه دار می کند و حس نفوذ را در او می کاهد و موجب خشم و تنفر او می شود. B.F. اسکینر، روانشناس مشهور جهانی، در آزمایش‌هایش ثابت کرد حیوانی که برای رفتار درستش پاداش می‌گیرد خیلی سریعتر از حیوانی که برای رفتار نادرست تنبیه می‌شود چیز یاد می‌گیرد و بهتر در خاطر نگه می‌دارد. بعدها مطالعات نشان داد که این نظریه در مورد انسان‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین با سرزنش و انتقاد نمی‌توانیم در خود تغییرات اساسی ایجاد کنیم، چون اغلب موجب بیزاری و تنفر می‌شویم. روانشناس بزرگ دیگری به نام هانس سلی معتقد است هرچه بیشتر مشتاق رضایت باشیم بیشتر از خطاکاری و محکومیت می‌ترسیم. خشم و غضب ناشی از انتقاد روحیه دوستان، اعضای خانواده و کارکنان را تضعیف می‌کند که ممکن است این خسارت به زودی جبران نشود. جورج بی جانستون از انید اوکلاهاما مدیر ایمنی یک شرکت مهندسی است. یکی از مسئولیت‌های او این است که مراقبت کند آیا کارگران موقع کار کلاه ایمنی را به سر می‌گذارند یا نه. در یکی از گزارش‌های خود می‌گوید هنگامی که پیش کارکنانی که کلاه ایمنی نداشتند میرفت با اقتدار آنها را سرزنش می‌کرد که باید از مقررات پیروی کنند و این رفتار خشک و رسمی او تأثیر منفی روی کارکنان می‌گذاشت و همه به او اخم می‌کردند و همین که او کارگاه را ترک می‌کرد کارکنان دوباره کلاه‌هایشان را برمی‌داشتند. به همین جهت تصمیم گرفت راه دیگری پیدا کند. روز بعد دوباره به سراغ کارکنانی رفت که کلاه ایمنی به سر نداشتند و بسیار با ملایمت از آنها پرسید کلاه‌ها راحت نیستند یا اندازه سرشون نیست. سپس با خوشحالی و صدای دلنشین به آنها یادآوری کرد که این کلاه‌ها برای محافظت از آنها طراحی شده و پیشنهاد کرد که همیشه موقع کار کلاه‌ها را بپوشند. نتیجه این رفتار این شد که همه بدون ناراحتی و غضب از مقررات به شدت پیروی می‌کردند. در تاریخ نمونه‌های بسیاری از بیهودگی انتقاد وجود دارد. برای مثال جدال مشهور بین تئودور روزولت و رئیس جمهور تفت را در نظر بگیرید. جدالی که حزب جمهوری خواه آمریکا را از هم جدا کرد. وودرو ویلسون را کارگزار کاخ سفید کرد. رد پای بسیار درخشان و جسورانه‌ای را در جنگ جهانی اول به جای گذارد و روند تاریخ را تغییر داد. اجازه بدهید تمام وقایع را به سرعت مرور کنیم. در سال 1908 هنگامی که روزولت از کاخ سفید بیرون آمد، از تفت که به ریاست جمهوری انتخاب شده بود حمایت کرد. سپس روزولت برای شکار شیر به آفریقا رفت. وقتی برگشت بسیار خشمگین شد و تفت را برای محافظه‌کاریش سخت سرزنش کرد و تلاش کرد در دوره سوم انتخابات خودش انتصاب را به دست بیاورد و حزبی به نام بولاموس را سازماندهی کرد و در انتخابات بعدی ویلیام هوارد تفت و حزب جمهوری خواه فقط توانستند از حمایت‌های 2 ایالت به نام‌های ورمونت و یوتا استفاده کنند و برای این حزب یک شکست واقعی بود. تئودور روزولت تفت را سرزنش کرد، ولی آیا تفت نیز خود را سرزنش کرد؟ البته که نه. در حالی که اشک توی چشمانش حلقه زده بود گفت من نمیدانم که چطور میتوانم به غیر از این عمل کنم. چه کسی شایسته سرزنش بود؟ روزولت یا تفت؟ راستش را بخواهید من هم نمیدانم و اهمیت هم نمیدهم، اما نکته آموزنده اینجاست که
سرزنش تئودور روزولت هیچگاه تفت را متقاعد نکرد که اشتباه کرده. برعکس او را وادار کرد تا عمل خود را توجیه کند و دوباره با چشمان اشک‌آلود تکرار کند من نمیدانم که چطور میتوانستم به غیر از این عمل کنم. یا رسوایی کمپانی نفت تیپات دوم را بشنوید که چطور در دهه 1920 در مطبوعات آن روزها جنجال به پا کرد و یک ملت را تکان داد. در حافظه افراد زنده قبلا شبیه این اتفاق در زندگی روزانه یک آمریکایی رخ نداده بود، اما واقعیت‌های این رسوایی را در اینجا بیان می‌کنم. آلبرت بیفال وزیر کشور دولت هاردینگ بود که اجازه ذخایر نفتی دولت در الک هیل و تیپات دوم به عهده او واگذار شد. این ذخایر نفتی برای مصرف آینده ناوگان دریایی در نظر گرفته شده بود و فال از هر گونه مزایده رقابت طلبانه برای این ذخایر دوری می‌کرد. از طرف دیگر او به طور آشکار قرارداد پر آب و تاب و چرب و نرمی را به دوست خود ادوارد ال دوهنی تحویل داد و بنابراین قرارداد ادوارد مبلغ $100,000 پول یا به تعبیر او وام به فال پرداخت کرد. سپس فال بسیار خودخواهانه به ناوگان دریایی آمریکا دستور داد تا وارد منطقه شده و رقبایی را که از چاه‌های مجاور آنها از ذخایر الک هیل نفت می‌کشیدند را از منطقه بیرون کنند. بدین ترتیب این رقبا با نداشتن اسلحه برای دفاع از منطقه اخراج شدند. اما بلافاصله به دادگاه شکایت بردند و پرده از اسرار رسوایی تیپات دوم برداشتند. بوی پستی و خیانت آنقدر بلند بود که دولت هاردینگ را ویران کرد و موجب انزجار تمام مردم شد و حزب جمهوری خواه را به تباهی تهدید کرد و بالاخره آلبرت بیفال را پشت میلهای زندان انداخت. فال بیرحمانه محکوم شد، به گونه‌ای که تا آن زمان هیچ کس در زندگی عادی خود این گونه محکوم نشده بود. با این همه آیا او پشیمان بود؟ هرگز. سالها بعد هربرت هوور در یک سخنرانی عمومی اشاره کرد مرگ رئیس جمهور هاردینگ در اثر افسردگی و ناراحتی بوده، زیرا یکی از دوستانش به او خیانت کرده بود. خانم فال وقتی این خبر را شنید از جای خود پرید و در حالی که دست خود را به نشانه تهدید مشت کرده بود فریاد کشید چی؟ هاردینگ مورد خیانت فال قرار گرفته؟ نه، همسر من به هیچ کس خیانت نکرد. حتی خونه پر از طلا هم نمیتونست همسر منو وسوسه کنه تا کار خلاف انجام بده. اون کسی بود که مورد خیانت قرار گرفت و به قتل رسید و به صلیب کشیده شد. افراد گناهکار همه را به جز خودشان سرزنش میکنند و این طبیعت عمل انسان است. یعنی همه ما اینطور عمل میکنیم. بنابراین هر زمان من یا شما وسوسه شدیم که کسی را سرزنش کنیم، افرادی چون آل کاپون، کرولی دو تفنگه و آلبرت فال را به خاطر بیاوریم و این واقعیت را بپذیریم که انتقاد همانند کبوتر خانگی است که همیشه به خانه برمیگردد. اگر سعی داریم شخصی را محکوم و از او انتقاد کنیم، بدانیم که او حتما عمل خود را توجیه خواهد کرد و انتقاد و محکومیت را به خودمان برمیگرداند و همانند تفت مهربان خواهد گفت من نمیدانم که چطور میتوانستم به غیر از این عمل کنم. صبح روز 15 آوریل 1865 جسد آبراهام لینکلن در اتاق خواب یک خانه اجاره‌ای روبروی خیابان و مقابل تئاتر فورد که از آنجا مورد شلیک گلوله قرار گرفته بود روی زمین افتاده بود. جسد طویل آبراهام لینکلن به طور عریب روی یک تخت گود شده که برای او خیلی کوتاه بود دراز به دراز افتاده بود و یک نسخه بی‌ارزش از تابلوی نقاشی معروف روزا بن هیوز بالای سر او آویزان بود و نور زردی از یک چراغ سوسو می‌زد. هنگامی که جسد لینکلن روی زمین افتاده بود، وزیر جنگ استنتون گفت اینجا بی‌نقص‌ترین فرمانروای جهان خوابیده، فرمانروایی که جهان مانند او را هرگز به خود ندیده. راز موفقیت لینکلن در رفتار با مردم چه بود؟ من به مدت 10 سال زندگی آبراهام لینکلن را مطالعه کردم و 3 سال تمام را به نوشتن و بازنویسی کتابی به عنوان لینکلن ناشناخته اختصاص دادم. من معتقدم که در مورد شخصیت و زندگی خانوادگی لینکلن مطالعه جامع و مفصلی را انجام دادم. همچنین در مورد روش رفتار او با مردم مطالعات خاصی را کامل کردم. آیا او در انتقاد زیاده روی می‌کرد؟ بله. هنگامی که یک پسر جوان بود و در دره
پیچن کریک ایندیانا زندگی می‌کرد، نه تنها از مردم انتقاد می‌کرد، بلکه برای مسخره کردن مردم نامه‌ها و اشعاری را می‌نوشت و آنها را در جاده‌ها می‌انداخت تا مردم آنها را پیدا کنند و بردارند. یک روز یکی از این نامه‌ها شعله خشمی را روشن کرد که مادام العمر سوخت و خاموش نشد. حتی بعد از اینکه لینکلن در نشریه اسپرینگفیلد به عنوان مشاور مشغول شد، او با مقاله‌هایی که در روزنامه‌ها چاپ می‌شد دشمنانش را مورد حمله قرار میداد که البته این کار را فقط یک بار انجام داد. در پاییز 1842 او یک سیاستمدار مغرور و ستیزه‌جو به نام جیمز شیلدز را مورد تمسخر قرار داد. لینکلن این کار را از طریق یک مقاله بی‌نام و نشان که در مجله اسپرینگفیلد چاپ شده بود انجام داد. تمام شهر به خنده در آمده بود. شیلدز فردی مغرور و حساس بود، از عصبانیت جوش آورده بود و سرانجام متوجه شد که چه کسی نامه را نوشته. بنابراین روی اسب خود پرید و به دنبال لینکلن رفت و او را به مبارزه دوئل دعوت کرد. لینکلن نمیخواست بجنگد و کاملا مخالف دوئل کردن بود، اما نمیتوانست با این مبارزه مخالفت کند. شیلدز به او حق انتخاب برای اسلحه را داد و از آنجایی که لینکلن بازوهای درازی داشت، نوعی شمشیر سوار نظام را انتخاب کرد و درس‌هایی را هم در جنگ با شمشیر یاد گرفت. روز موعود او و شیلدز یکدیگر را در ساحل شنی رودخانه میسیسیپی ملاقات کردند و آماده جنگیدن تا سرحد مرگ شدند، اما در آخرین دقیقه ثانیه‌ها متوقف شد و آنها از جنگ منصرف شدند. این یک اتفاق تکان دهنده در زندگی لینکلن بود و در ارتباط با هنر رفتار با مردم درس بزرگی را یاد گرفت. از آن ماجرا به بعد دیگر مقاله توهین‌آمیز ننوشت، هیچ فردی را مسخره نکرد و از هیچ کس برای هیچ چیز انتقاد نکرد. لینکلن در طول جنگ داخلی ژنرال‌های جدیدی را برای رهبری ارتش پوتوماک انتخاب می‌کرد، از قبیل مکلان، پوپ، برنساید، هوکر، مید، که هر کدام از این افراد اشتباهات هولناکی را در طی خدمت خود مرتکب شده بودند. لینکلن با ناراحتی و ناامیدی به قدم زدن روی کف اتاق می پرداخت. نیمی از مردم بیرحمانه ژنرال‌های بی‌صلاحیت را محکوم می کردند، اما لینکلن بدون هیچ سوء نیتی با نیت خیرخواهی برای همه سعی می کرد تا صلح و آرامش را برقرار کند و یکی از نقل قول‌های مورد علاقه‌اش این بود: قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. هنگامی که خانم لینکلن و اطرافیان درباره مردم جنوب کشور بدگویی می‌کردند، لینکلن جواب می‌داد: آنها را سرزنش نکنید، ما هم ممکن است روزی در شرایط آنها قرار بگیریم. با وجود این تفاسیر، اگر یک مرد در دنیا وجود داشت که می‌توانست انتقاد کند، او لینکلن بود. برای مثال جنگ گیتسبورگ در 3 روز اول ماه جولای 1863 انجام گرفت. در طول 4مین شب جولای، هنگامی که هوا بسیار طوفانی بود، لی تصمیم گرفت به سمت جنوب عقب نشینی کند و وقتی که با ارتش شکست خورده‌اش به پوتوماک رسید، رودخانه طغیان کرده و غیر قابل عبور شده بود. لی به دام افتاده بود و نمیتوانست فرار کند. لینکلن متوجه شد این فرصتی طلایی است که از آسمان فرستاده شده و میتواند ارتش لی را به دام انداخته و بلافاصله به جنگ پایان دهد. بنابراین با شوق وافر به ژنرال مید دستور داد بدون احضار شورای جنگ فوراً به ژنرال لی حمله کند. ژنرال مید چه کار کرد؟ او دقیقاً برخلاف دستورات لینکلن بسیار درنگ کرد و با شورای جنگ تماس گرفت و تمام شرایط و موقعیت‌ها را تلگراف کرد و از حمله فوری به لی خودداری کرد. در این فاصله آب رودخانه هم پایین آمد و لی همراه سربازان خود فرار کرد. لینکلن عصبانی شد و گفت: این یعنی چی؟ بر سر پسر خود رابرت فریاد کشید: خدای من، این یعنی چی؟ آنها در چنگ ما بودند و کافی بود فقط دستمان را دراز کنیم و آنها را اسیر کنیم. با این همه هر چه گفتم و هر کاری کردم نتوانستم ارتش را حرکت بدهم. در چنین شرایطی هر ژنرالی میتوانست لی را شکست دهد. اگر من آنجا بودم خودم او را دستگیر میکردم. لینکلن در اوج ناامیدی نشست و نامه‌ای برای مید نوشت.
لینکلن در نوشتن عبارات بسیار خوددار و محافظه‌کارانه عمل کرد. به همین دلیل به نظر لینکلن این نامه در سال 1863 حاوی سخت‌ترین سرزنش‌ها و توبیخ است. ژنرال خوب من باور نمی‌کنم شما شکست و بدبختی ناشی از فرار لی را درک کنید. او در چنگ ما بود. با دستگیری او و با موفقیت‌هایی که قبلا به دست آورده بودیم می‌توانستیم به جنگ خاتمه بدهیم، اما حالا جنگ قطعاً طولانی می‌شود. چطور وقتی که می‌توانستی با 2/3 از سربازان کار را تمام کنی از دستور سرپیچی کردی؟ خیلی غیر منطقی است اگر انتظار داشته باشم که شما ژنرال لایقی شوید. فرصت طلایی شما از دست رفته. من بسیار متاسف هستم. فکر میکنید وقتی مید آن نامه را خواند چه واکنشی نشان داد؟ مید هرگز آن نامه را ندید. یعنی لینکلن هرگز آن را پست نکرد و آن نامه بعد از مرگ لینکلن بین کاغذهای او پیدا شد. حدس من این است که البته فقط یک حدس است. لینکلن بعد از نوشتن نامه از پنجره بیرون را نگاه کرد و با خود گفت صبر کن، شاید نباید عجله کنم. این خیلی آسان است که من در سکوت و خلوت کاخ سفید بنشینم و به مید دستور حمله بدهم. شاید اگر من هم در گیتسبورگ بودم و خونریزی های بسیاری را می دیدم و گوشهایم پر از آه و ناله و فریاد افراد زخمی و در حال مرگ می شد، من هم مشتاق این حمله نبودم. اگر مثل مید روحیه ترسویی داشتم، من هم همان کار را می کردم. به هر حال کاری است که شده. اگر من این نامه را بفرستم فقط احساسات خودم را سبک کردم و این باعث می شود تا مید خودش را توجیه و من را محکوم کند. همچنین امکان دارد باعث خشونت او بشود و دیگر مهارت‌های او را به عنوان یک فرمانده تخریب کند. شاید هم او را مجبور به استعفا از ارتش کند. بنابراین همانطور که قبلا گفتم لینکلن نامه را کنار گذاشت، چون به تجربه یاد گرفته بود که سرزنش و انتقاد تند و تیز بیهوده است. تئودور روزولت می گفت هرگاه او به عنوان یک رئیس جمهور با مشکل پیچیده‌ای روبرو می شد، به طرف تابلوی نقاشی لینکلن که بالای میز تحریرش نصب شده بود می رفت، به تابلو نگاه می کرد و از خودش می پرسید اگر لینکلن جای من بود چه کار می کرد و چگونه این مشکل را حل می کرد. ما هم می توانیم اینطور عمل کنیم. مثلا وقتی که وسوسه می شویم تا به کسی تذکر بدهیم، یک اسکناس $5 از جیبمان در بیاوریم و به عکس لینکلن روی اسکناس نگاه کنیم و از خود بپرسیم لینکلن با این مشکل چگونه برخورد میکرد؟ مارک توین گهگاهی عصبانی میشد و نامه‌هایی مینوشت که کاغذ را به آتش میکشید. برای مثال به مردی که خشم او را برانگیخته بود نامه‌ای به این مضمون نوشت: تنها چیزی که تو لایق آن هستی دفن شدن است. تو فقط حرف میزنی، اما من عملاً دفن شدن تو را خواهم دید. یا در موقعیت دیگری برای کتاب بهبود تلفظ و علامتگذاری که یک نمونه خوان روی آن کار میکرد، به سردبیر انتشارات نامه‌ای نوشت و دستور داد از این پس مطالب را طبق رونوشت خودم تعیین کن و مواظب باش که آن نمونه خوان مطالب را در مغز پوسیده اش به درستی به خاطر بسپارد. نوشتن چنین نامه‌های نیشداری مارک توین را آرام می‌کرد، اما این نامه‌ها به هیچ کس صدمه نمی‌زد، چون همسر مارک مخفیانه آنها را از جعبه پست برمی‌داشت و نامه‌ها هرگز فرستاده نمی‌شدند. آیا کسی را می‌شناسید که دوست داشته باشد در رفتارش تغییر، نظم و پیشرفت ایجاد کند؟ بسیار عالی است. من هم تغییر را خیلی دوست دارم. راستی چرا از خودتان شروع نمی‌کنید؟ از دیدگاه یک انسان خودخواه هم که بنگرید، سودش بسیار بیشتر از آن است که بخواهید شخص دیگری را تغییر دهید. بله، بی خطر هم است. کنفوسیوس میگوید به برف روی بام همسایت اعتراض نکن در حالی که جلوی در خانه‌ات کثیف و پر برف است. زمانی که هنوز جوان بودم و سعی میکردم روی افراد تأثیر بگذارم، نامه احمقانه‌ای به ریچارد هاردینگ دیویس نوشتم. او از دیدگاه مردم آمریکا نویسنده بزرگی بود. من در مورد نویسندگان مقاله‌هایی را برای مجله آماده می‌کردم و از دیویس خواستم تا روش کارش را برایم بگوید. چند هفته قبل از آن نامه‌ای دریافت کردم که زیر نامه نوشته بود دیکته شده اما بازبینی نشده. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و احساس کردم نویسنده نامه باید آدم مهم و فعالی باشد.
با اینکه اصلا فعال نبودم، دوست داشتم روی ریچارد هاردینگ دیویس تأثیر بگذارم. بنابراین در پینوشت نامه کوتاه هم این کلمات را اضافه کردم. نامه دیکته شده اما بازبینی نشده. در واقع این جمله به این مفهوم بوده که مدیر یا یک نویسنده نامه را برای منشیش دیکته کرده، اما برای تصحیح جمله ها و متن نامه آن را دیگر بازبینی نکرده. بنابراین او به خودش زحمت نداد تا جواب نامه‌ام را بدهد و نامه‌ام را برگرداند، در حالی که در آخر نامه به صورت ناخوانا و خط خطی نوشته بود: رفتارهای بد شما فقط با رفتارهای بد شما بیشتر می شوند. درست بود. من اشتباه کردم و حقم بود که سرزنش بشوم. اما به عنوان یک انسان دلخور شدم و آنقدر از این موضوع رنجیدم که وقتی 10 سال بعد خبر مرگ دیویس را شنیدم، با یادآوری آن موضوع دوباره خاطرم آزرده شد. پس اگر روزی از روزها من و شما بخواهیم خشم و غضب دیگران را تحریک کنیم و این خشم و رنجش تا 10 سال بعد حتی تا زمان مرگ ما ادامه پیدا کند، فقط باید انتقادهای نیشدار را به کار بگیریم و اهمیت ندهیم که آیا این انتقاد موجه است یا نه. در روابطی که با مردم داریم باید به یاد داشته باشیم که با انسانهای منطقی روبرو نیستیم، بلکه آنها انسانهای احساساتی هستند که پر از غرور و تعصبند و با تکبر و پوچی انگیزه پیدا می‌کنند. انتقاد تند و نیشدار سبب شد تا توماس هاردی حساس، یکی از بهترین رمان نویسانی که در غنی کردن ادبیات انگلیسی سهم بسزایی داشت، برای همیشه نوشتن مطالب تخیلی را کنار بگذارد. همچنین شاعر انگلیسی توماس چترتون دست به خودکشی بزند. بنجامین فرانکلین که در جوانیش بسیار بی‌تدبیر بود، آدم سیاستمداری شد. او با مردم بسیار زیرکانه رفتار می‌کرد و بعدها به عنوان سفیر آمریکا به فرانسه رفت. راز موفقیت او چیست؟ او جواب داد: من بدگویی هیچ کس را نمی کنم و فقط در مورد خوبی‌های مردم حرف می‌زنم. هر آدم ابلهی می‌تواند انتقاد کند، شکایت کند، محکوم کند. یعنی بیشتر ابله‌ها این کار را انجام می‌دهند. اما برای اینکه انسان با شعور و بخشنده‌ای باشیم، نیاز به خویشتن‌داری و اخلاق باطنی داریم. کارلایل ادعا می‌کند انسان بزرگ با رفتارش بزرگی خود را نشان می‌دهد. باب هوور، خلبان آزمایشی معروف که اغلب نمایش‌های هوایی اجرا می‌کرد، یک روز بعد از یک نمایش هوایی در سندیگو به خانه خود در لس آنجلس برگشت. در مجله عملیات پرواز اینطور نوشته بود: وقتی او در فاصله 300 پایی از زمین پرواز می‌کرد، ناگهان هر دو موتور هواپیما از کار می‌افتد، اما او با مانور ماهرانه هواپیما را کنترل کرده و فرود می‌آید. با اینکه هواپیما به شدت آسیب دیده بود، اما هیچ کس زخمی نشده بود. اولین کار هوور بعد از فرور اضطراری بازرسی سوخت هواپیما بود. او در جنگ جهانی دوم همین که هواپیما را پرواز داد، احساس کرد در هواپیما به جای سوخت گازوئیل از سوخت جت استفاده کردند. هنگامی که به فرودگاه برگشت، مکانیکی را که هواپیمای او را سرویس کرده بود صدا زد. آن مرد جوان به خاطر اشتباهی که کرده بود بیمار شده بود. وقتی هوور به او رسید، اشک از صورت مرد جوان جاری شد، چون او باعث نقص هواپیمای گران قیمتی شده بود و ممکن بود باعث مرگ 3 نفر هم بشود. می توانید عصبانیت هوور را تصور کنید. هر کس می تواند حدس بزند که چگونه زبان انتقادآمیز یک خلبان منضبط و مغرور برای این بی‌دقتی گشوده خواهد شد. اما هوور آن مکانیک را اصلاً سرزنش نکرد، بلکه بازوی قوی خود را به دور شانه او گذاشت و گفت: مطمئنم دیگه این کار رو هرگز انجام نمیدی و اینو ثابت میکنم. حالا میخوام که هواپیمای F-51 رو برای فردا سرویس کنیم. اغلب والدین فرزندانشان را سرزنش میکنند. حتما انتظار دارید بگویم این کار را نکنید، اما نمیگویم. من هدفم این است: قبل از آن که از فرزندان خود انتقاد کنید، یکی از آثار ادبی روزنامه آمریکایی به نام پدر فراموش میکند را بخوانید. این اثر ابتدا به عنوان سرمقاله روزنامه خانه مردم منتشر شد و ما هم با اجازه نویسنده که خلاصه این مقاله را در مجله ریدرز دایجست تجدید چاپ کرد در اینجا بیان می‌کنیم.
پدر فراموش می‌کند یکی از مقاله‌هایی است که با احساسات بسیار صادقانه برای مردم نوشته شده و روی خوانندگان آنقدر تأثیر می‌گذارد که همیشه با علاقه به خواندن آن می‌پردازند. دابلیو لیوینگستون لارند به عنوان یک نویسنده می‌نویسد: پدر فراموش می‌کند در صدها مجله و روزنامه به چاپ رسیده. به هزاران نفر اجازه دادم تا در مدرسه، کلیسا و سکوی سخنرانی آن را بخوانند. بنابراین در برنامه‌ها و موقعیت‌های بیشماری از این اثر ادبی استفاده می‌کنند و عجیب‌تر این که نشریه‌های کالج و مجله‌های دبیرستان‌ها از آن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات یک مقاله کوچک به طور اسرارآمیزی روی مردم تأثیر می‌گذارد و آوازه آن همه جا می‌پیچد و این نمونه بارز یک مقاله است. پدر فراموش می‌کند. نوشته دابلیو لیوینگستون لارند. پسرم گوش کن. حالا که دستت زیر چونت مچاله شده و حلقه هایی از موهای طلاییت روی پیشونی عرق کرده چسبیده و خوابیدی، اینو دارم میگم. دزدکی به اتاق خوابت اومدم. درست چند دقیقه پیش داشتم توی کتابخونه روزنامه میخوندم. ناگهان موجی از پشیمونی همه وجودم رو در بر گرفت. حالا با احساس گناه کنار تو اومدم و میخوام اعتراف کنم. پسرم، خیلی چیزاست که من بهشون فکر کردم. من همیشه مخالف تو بودم. همیشه ازت ایراد میگرفتم. مثلا وقتی برای رفتن به مدرسه آماده میشدی، تو رو دعوا میکردم. چون صورت تو خیلی آهسته با حوله خشک میکردی، یا به خاطر تمیز نکردن کفشات تو رو سرزنش میکردم و هر وقت وسایل تو روی زمین پرت میکردی با عصبانیت سر داد میکشیدم. سر صبحانه هم همینطور بود. دائم از تو ایراد میگرفتم که همه چیزو میریزی، غذا تو با صدا قورت میدی، آرنج تو روی میز میذاری، کراتو زیادی روی نون میمالی. اما وقتی تو میخواستی بری بازی کنی و من میرفتم که به قطار برسم، دست تو برای من تکون میدادی و میگفتی خداحافظ پدر. من بهت اخم میکردم، در جواب میگفتم شونهاتو عقب نگه دار و دوباره همه چیز از بعد از ظهر شروع میشد. وقتی از جاده بالا می اومدم تو رو میپاییدم که روی زانوهات نشستی و تیله بازی میکنی. جوراباتم سوراخ بودن. من جلوی دوستات تو رو تحقیر میکردم و به زور در حالی که جلوی من راه میرفتی میبردمت خونه، چون جورابت خیلی گرون بود و خریدن یه جفت جوراب دیگه مشکل بود. پسرم، یادت میاد وقتی توی کتابخونه مشغول خوندن بودم چطور با ترس و نگاه دردآور پیشم اومدی؟ و وقتی که از بالای روزنامه بهت نگاه میکردم تو مکث کردی و منم که اصلا صبر نداشتم با صدای بلند گفتم چی میخوای؟ تو گفتی هیچی، اما با شور و هیجان به طرف من دویدی و دستای کوچیک و مهربون تو دور گردنم انداختی و با محبتی که خداوند توی قلبت قرار داده بود و دستای مهربونی که حتی با بی توجهی هم از بین نمی رفتن منو بوسیدی و بعد از بوسیدن من رفتی و فقط صدای تاپ تاپ پاهات از پله ها اومد. بله پسرم، بعد از رفتن تو روزنامه از دست من لغزید و به زمین افتاد. ترس نفرت انگیزی به سراغم اومد. من چی کار کردم؟ چه عادتهاییه که من دارم؟ عادت سرزنش کردن، ایراد گرفتن. اینطوری من به پسرم پاداش میدم؟ البته این به این معنی نیست که من تو رو دوست نداشتم. فقط از تو انتظار زیادی داشتم. تو رو با معیارهای سالهای کودکی خودم میسنجیدم. به هر حال متوجه شدم که در تو رفتارهای خوب و پسندیده‌ای هست. قلب کوچیک تو به بزرگی سپیده دمیه که بر پهنای تپه ها سایه افکنده و من اینو وقتی با شور و هیجان ناگهان به طرفم میای و منو میبوسی و شب بخیر میگی میفهمم. امشب دیگه هیچ چیز اهمیت نداره. من توی تاریکی به اتاقت اومدم، کنار تختت زانو زدم، از رفتار خودم شرمندم و این جبران ناچیزیه. میدونم اگه بیدار بودی حرفامو نمیفهمیدی، اما فردای پدر واقعی خواهم بود. با تو رفیق میشم، توی رنجای تو رنجیده میشم، با خندهات میخندم. اگه بخوام کلمات سرزنش آمیزی بگم زبونم گاز میگیرم. مرتب با خودم میگم اون فقط یه پسر کوچولوه. متاسفم که تو رو توی ذهنم یه مرد تصور کرده بودم. حالا که تو رو میبینم اینطوری خسته و مچاله روی تختت خوابیدی، میفهمم که هنوز یه بچه‌ای که تا دیروز توی آغوش مادرت سرت روی شونش بود.
من از تو خیلی توقع داشتم، خیلی زیاد. به جای ملامت کردن مردم سعی کنیم اونا رو درک کنیم، بفهمیم چرا دارن این کار رو انجام میدن. این عمل از سرزنش کردن خیلی مفیدتر و جذابتره و باعث صبر و مهربانی و همدردی میشه. برای اینکه همه چیزو بدونیم باید از همه چیز چشم پوشی کنیم. به قول دکتر جانسون، خود خداوندم تا زمان مرگ انسانها رو مورد قضاوت قرار نمیده. پس من و شما چرا باید این کارو بکنیم؟ اصل اول: انتقاد، سرزنش و گلایه نکنید. فصل دوم: راز بزرگ رفتار با مردم. زیر این گنبد کبود برای اینکه بتوانید کسی را به انجام کاری تحریک کنید فقط یک راه وجود دارد. آیا تا به حال به آن فکر کرده اید؟ بله، فقط یک راه وجود دارد و آن این است که آن شخص را وادار کنید که بخواهد آن کار را انجام دهد. به خاطر داشته باشید که هیچ راه دیگری وجود ندارد. البته شما می توانید با چسباندن یک هفت‌تیر به پشت یک نفر او را وادار کنید تا ساعت مچی خودش را به شما بدهد، یا با تهدید به شلیک کردن می توانید کارمندانتان را مجبور به همکاری کنید. همینطور با شلاق زدن و کتک زدن یک بچه او را به راحتی مجبور به انجام کاری می کنید که دوست دارید. اما این شیوه ها بسیار خشن است و عواقب ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. تنها راهی که می شود کسی را وادار به انجام کاری کرد این است: به او آنچه را که می خواهد بدهید. شما چه می خواهید؟ زیگموند فروید گفت هر کاری که من و شما انجام می دهیم از دو انگیزه سرچشمه می گیرد: میل جنسی و آرزوی بزرگ بودن. جان دیوئی، یکی از برجسته ترین فیلسوفان آمریکا، این عبارت را به تعبیر دیگری بیان کرد. دکتر دیوئی گفت عمیق ترین میل در طبیعت انسان آرزوی مهم بودن است. این عبارت را به خاطر بسپارید: آرزوی مهم بودن. این جمله بسیار پرمعنی است و در مورد آن مطالب زیادی در این کتاب خواهید شنید. شما چه می‌خواهید؟ چیزهای زیادی نمی‌خواهید، ولی همان چند مورد را هم نمی شود انکار کرد و در رسیدن به آنها بسیار مصر هستید. بعضی از چیزهایی که اغلب مردم طالب آن هستند شامل تندرستی و حفظ جان، غذا، خواب، پول و آنچه را که پول می خرد، زندگی آینده، ارضای جنسی، رفاه فرزندان و حس مهم بودن هستند. بیشتر اوقات تمام این خواسته ها برآورده می شوند، همه به جز یکی. بله، یکی از آرزوهایی که به اندازه غذا و خواب در زندگی ما ضروری بوده و بسیار عمیق می باشد، اما به ندرت ارضا می شود و آن چیزی است که فروید آن را آرزوی بزرگ بودن می نامد و دیوئی آن را آرزوی مهم بودن می خواند. لینکلن در یکی از نامه‌های خود اظهار داشت هر کسی تعریف و تمجید را دوست دارد و در جای دیگر ویلیام جیمز گفت عمیق‌ترین اصل طبیعت انسان آتش برای تحسین و تایید است. او به شما نمیگوید که این یک آرزو، میل یا خواسته است، بلکه میگوید این یک آتش است. اما آرزوی غم‌انگیز و تغییرناپذیری هم وجود دارد که به ندرت افراد از آن خوشنود میشوند و آن مرگ است که فرد در آن هنگام همه را مطیع خود میکند، حتی مأمور کفن و دفن نیز برای او ابراز تأسف میکند. آرزوی مهم بودن یکی از مهمترین تفاوت‌های بارز بین انسان و حیوان می باشد. برای مثال وقتی پسر بچه بودم پدرم در مزرعه میسوری خوک و گله‌های گاوهای اصیل پیشانی سفید پرورش میداد. گله‌ها را در نمایشگاه‌های محلی و بازارهای دام اهلی در سرتاسر غرب میانه به نمایش می‌گذاشتیم. ما همیشه جایزه اول را می‌بردیم. پدرم ربان‌های آبیش را روی یک ملحفه سفید از جنس وال سنجاق می‌کرد و هنگامی که دوستان و بازدید کنندگان به خانه ما می‌آمدند، پدرم از زیر آن ملحفه بیرون می‌آمد. پدرم یک سر ربان را می‌گرفت و سر دیگر را من می‌گرفتم تا ربان آبی را به همه نشان بدهیم. خوک‌ها به ربان‌هایی که برنده شده بودند هیچ اهمیتی نمی‌دادند، اما پدر من اهمیت می‌داد. این جایزه‌ها به او حس اهمیت و نفوذ می‌داد. اگر اجداد ما این اشتیاق شعله‌ور برای حس مهم بودن را نداشتند، تمدن هرگز رخ نمی‌داد، زیرا بدون تمدن همه مانند حیوانات باقی می‌ماندیم.
آرزو و حس مهم بودن است که یک بقال فقیر و بیسواد را تشویق می کند تا به مطالعه کتاب‌های قانون بپردازد. او این کتاب‌ها را از مخزن خانه یک دزد که او هم به مبلغ 50 سنت آنها را خریده بود پیدا کرد. احتمالاً شما هم اسم این بقال را شنیده اید. بله، اسم او لینکلن بود. آرزوی مهم بودن است که دیکنز را به نوشتن رمان‌های بسیار جاودانه ترغیب کرد و همین آرزو موجب شد تا سر کریستوفر رن سمفونی‌های خود را روی سنگ طراحی کند و راکفلر میلیون پول به دست آورد که هیچ وقت هم آنها را خرج نکرد. و همین آرزوست که خانواده‌ای ثروتمند در شهر شما خانه‌ای می‌سازد بزرگتر از نیازش و از هیچ یک از وسایل آن خانه استفاده نمی‌کند. این آرزو احساسات شما را برمی‌انگیزد تا جدیدترین لباس‌ها را بپوشید و مدرن‌ترین ماشین‌ها را سوار شوید و در مورد فرزندان باهوشتان صحبت کنید. همچنین این آرزو دختران و پسران را وسوسه می‌کند تا به باندهای تبهکار بپیوندند و درگیر کارهای خلاف شوند. بنابر گزارش ایپی مولرونی که زمانی پلیس عالی رتبه نیویورک بود، یک تبهکار جوان متوسط سراپا پر از غرور و خودخواهی است. اولین درخواست او بعد از دستگیری تبهکاران این بود که روزنامه‌های هیجان انگیز از او یک قهرمان بسازند و تصویر او را در صفحه تصاویر ستاره‌های سینما، تلویزیون و سیاست چاپ کنند. و این خواسته بسیار غیر عادلانه‌ای بود. اگر شما به من بگویید که چطور حس مهم بودن را به دست می‌آورید، من به شما می‌گویم چه آدمی هستید. این را بدانید که این احساس شخصیت شما را تعیین می‌کند و مهمترین اتفاق در زندگی شماست. برای مثال، جان دی راکفلر برای دستیابی به حس مهم بودن بیمارستان بسیار مدرنی در پکینگ چین برپا کرد. این بیمارستان میلیون‌ها نفر از مردم فقیر را تحت پوشش قرار داد که او هرگز آنها را ندید و نخواهد دید. از طرف دیگر دیلینگر به عنوان یک راهزن قاتل و سارق بانک معروف شد و به آرزوی مهم بودن خود رسید. هنگامی که مأموران FBI داشتند او را دستگیر می‌کردند، او با سرعت به طرف خانه کشاورزی در مینسوتا دوید و فریاد کشید: من دیلینگر هستم. او از این که دشمن شماره 1 مردم بود احساس غرور می‌کرد و می‌گفت: من به شما صدمه نمی‌زنم، ولی من دیلینگر هستم. بله، بین راکفلر و دیلینگر تنها یک تفاوت وجود دارد و آن چگونگی به دست آوردن حس مهم بودن است. تاریخ پر از نمونه‌های بسیار جالبی از افراد مشهور است که برای رسیدن به حس مهم بودن بسیار تلاش می‌کردند. حتی جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا دوست داشت او را اعلی حضرت صدا کنند و کریستوف کلمب همیشه دوستدار این عنوان بود: دریا سالار اقیانوس و فرمانروای هند. کاترین بزرگ نامه‌هایی را که او را اولیا حضرت امپراتوری خطاب نمی‌کردند باز نمی‌کرد و در جای دیگر خانم لینکلن در کاخ سفید مانند ببر ماده بر سر خانم گرانت فریاد کشید: چطور جرأت می‌کنی که در حضور من قبل از این که به تو اجازه بدهم بنشینی؟ میلیونرهای آمریکایی هزینه سفر دریاسالار بایرد را به قطب جنوب تأمین می‌کردند با این شرط که سلسله کوه‌های یخی به اسم آنها نامگذاری شود. یا ویکتور هوگو فقط یک آرزو داشت و آن این که شهر پاریس به افتخار او دوباره نامگذاری شود. حتی شکسپیر، بزرگترین بزرگ‌ها، سعی کرد برای شکوه و شهرت نامش لباس‌های آرمدار برای خانواده‌اش فراهم کند، چون این آرم‌ها نشانه نجابت خانوادگی بودند. گاهی اوقات افراد برای مهم شدن و جلب توجه دیگران بی‌اعتبار می‌شوند. برای نمونه خانم مک‌کینلی همسرش رئیس جمهور آمریکا را مجبور کرد تا در تخت خوابش مسائل مربوط به کشور و حکومت را فراموش کند. یا برای رفتن به دندان پزشکی او را مجبور می‌کرد همراه او آمده و پیش او بماند. همچنین یک بار که رئیس جمهور مجبور شد به خاطر قرار ملاقاتی که با جان هی وزیر امور خارجه داشت همسرش را در دندان پزشکی تنها بگذارد، خانم مک‌کینلی برای این موضوع جنجال بزرگی به پا کرد. نویسنده‌ای به نام مری رابرتس راینهارت یک بار داستان یک خانم جوان باهوش و شاداب را که به خاطر مهم شدن بی‌اعتبار شده بود برایم تعریف کرد. خانم راینهارت گفت: این خانم مجبور شده بود با حقیقتی که زیادی سنش بود مواجه شود.
سالهای تنهایی او یکی پس از دیگری سپری میشد و هیچ چیزی نبود که او انتظارش را بکشد. او از روی عادت به تخت خوابش میرفت و به مدت 10 سال مادرش سینی به دست به طبقه 3 میرفت و برمیگشت و از او پرستاری میکرد. اما یک روز او که از این کار خسته شده بود افتاد و جان داد. بعد از این قضیه آن زن بسیار سست و تنبل شده بود، اما یک روز برخاست، لباسهایش را پوشید و دوباره زندگی را از سر گرفت. بعضی از صاحب نظران معتقدند بعضی از مردم که در دنیای واقعیت حس مهم بودن را به دست نمی آورند به سرزمین رؤیایی جنون و دیوانگی پناه میبرند و واقعا دیوانه میشوند. در آمریکا بیمارانی که از بیماری روانی رنج میبرند بیش از بیماران دیگر هستند. دلیل جنون چیست؟ هیچ کس نمیتواند به این پرسش فراگیر پاسخ دهد. اما ما میدانیم که بیماری‌های خاص مثل سفلیس سلول‌های مغز را تخریب می‌کند و از بین می‌برد که منجر به جنون می‌شود. در واقع نیمی از بیماری‌های روانی به دلیل علل فیزیکی از جمله ضایعه‌های مغزی، الکل، سموم و ضایعات به وجود می‌آیند، اما نیم دیگری از بیماران روانی کسانی هستند که اساساً هیچ مشکلی با سلول‌های مغزی خود ندارند و این موضوع بسیار غم‌انگیز است. زیرا در آزمایش‌های کالباچکافی هنگامی که بافت‌های مغزی این افراد به ظاهر روانی را زیر میکروسکوپ‌های پیشرفته مورد مطالعه قرار می‌دهند، با حقیقتی مواجه می‌شوند و آن این است که بافت‌های مغزی این افراد به سالمی بافت‌های مغز من و شما هستند. چرا افراد دیوانه می‌شوند؟ من این سوال را از یک پزشک حاذق در یکی از مهمترین بیمارستان‌های روانپزشکی پرسیدم. او در قبال معلومات خود در این زمینه بالاترین افتخارها و پاداشها را کسب کرده. او معتقد بود بسیاری از افرادی که دیوانه می‌شوند در عالم دیوانگی به حس مهم بودن دست پیدا می‌کنند، حسی که در عالم واقعی از رسیدن به آن عاجزند. سپس این داستان را برایم تعریف کرد. من در حال حاضر بیماری دارم که ازدواج او با شکست مواجه شده. او در زندگیش می توانست نیاز به عشق، ارضای جنسی، فرزند و موقعیت اجتماعی داشته باشد، اما زندگی تمام امیدهای او را به باد داده بود و شوهر او عاشقش نبود. او حتی از غذا خوردن با او دوری می کرد و او را وادار می کرد تا غذایش را به طبقه بالا ببرد. او نه فرزندی داشت و نه اعتبار اجتماعی. او دیوانه شد و در تصوراتش از شوهرش طلاق گرفت و نام خانوادگی پدریش را دوباره برای خود برگزید. همکنون او در باور خود با یک اشرافزاده انگلیسی ازدواج کرده و اصرار دارد که همه او را بانو اسمیت بخوانند. همچنین تصور می‌کند هر شب یک فرزند جدید دارد. هر دفعه که او را ملاقات می‌کنم به من می‌گوید دکتر دیشب یه بچه داشتم. زندگی یک بار کشتی‌های خیال او را با صخره‌های سخت واقعیت در هم شکست، اما در جزیره آفتابی و رویایی دیوانگی تمام کشتی‌های او با بادبان‌های برافراشته در هوا به سرعت به طرف بندر در حال حرکت هستند. دکتر او به من گفت حتی اگر بتوانم سلامتی او را بازگردانم این کار را نخواهم کرد، چون او خوشحال تر از همیشه است. اگر افراد آنقدر مشتاق حس مهم بودن هستند که به خاطر آن دیوانه می شوند، تصورش رو بکنید که من و شما در این سوی مرز جنون با قدردانی صادقانه از مردم چه معجزه‌ای را می توانیم خلق کنیم. زمانی در آمریکا مالیات بر درآمد وجود نداشت و هر کسی که $50 در هفته درآمد داشت یک فرد ثروتمند محسوب می شد. فردی به نام چارلز شواب بیش از $1,000,000 در سال حقوق می گرفت. هنگامی که شواب فقط 38 سال داشت به عنوان اولین مدیر شرکت جدید فولاد آمریکا توسط اندرو کارنگی در سال 1921 انتخاب شد. البته بعدها شواب شرکت فولاد آمریکا را ترک کرد و مدیریت شرکت فولاد بتلهم را که بعدها مشکل ساز شد به عهده گرفت. او این شرکت را بازسازی کرد و به یکی از سودآورترین شرکت‌ها در آمریکا مبدل کرد. چرا اندرو کارنگی مبلغ $1,000,000 در سال یا بیش از $3,000 در روز به چارلز شواب می پرداخت؟ چون شواب نابغه بود؟ نه. چون او در مورد تولید فولاد بیشتر از افراد دیگر می دانست؟ اشتباه است. چارلز شواب خودش به من گفت
بسیاری از افرادی که برای او کار می‌کردند خیلی بیشتر از او در مورد تولید فولاد می‌دانستند. شواب میگوید به دلیل تواناییش در رفتار با مردم از چنین حقوق بالایی برخوردار میباشد. از او پرسیدم چطور این کار را انجام میدهد که راز موفقیت او از زبان خود او در اینجا آورده شده است. کلماتی که باید در قالب برنز ریختگری شود و همیشه در هر اتاق، مدرسه، مغازه، اداره در سرتاسر جهان آویخته گردد. کلماتی که بچه‌ها باید به جای هدر دادن وقت خود در حفظ کردن صرف افعال لاتین یا میزان بارش سالانه در برزیل حفظ کنند. کلماتی که اگر من و شما از آن استفاده کنیم زندگی ما را دگرگون می کند. شواب گفت من تمام توانم را به کار می برم تا شعله‌های ذوق و اشتیاق را در مردم برافروخته کنم، تا بتوانم با تشویق و قدردانی توانایی‌های آنان را گسترش دهم. این بزرگترین دارایی من است. هیچ چیز جز انتقاد آرزوهای بزرگ یک فرد را از بین نمیبرد. من از هیچ کس انتقاد نمی کنم و معتقدم که باید به افراد انگیزه و دلگرمی بدهیم. بنابراین من مشتاق تحسین کردنم، اما با انتقاد کردن مخالفم. به عبارت دیگر، من افراد را صمیمانه تحسین و تمجید می کنم و شاید در این کار به مرز افراط هم کشیده شوم. این رفتاری است که شواب به آن عمل کرد. اما افراد معمولی چه می کنند؟ درست برعکس عمل می کنند. اگر از کاری خوششان نیاید سر زیر دستان خود داد و فریاد می کنند و اگر خوششان بیاید هیچ چیز نمی گویند. همان گونه که یک بیت شعر قدیمی می گوید یک بار کار بد کردم همیشه آن را شنیدم، 2 بار کار خوب کردم هرگز آن را نشنیدم. شواب اظهار داشت در برخوردهای فراوانی که در زندگیم در ملاقات با بسیاری از افراد بزرگ در سرتاسر جهان داشتم، هنوز به آدمی برخورد نکردم که هر چقدر هم که مقام مهمی داشته باشد تحت تأثیر تأیید و تشویق قرار نگیرد و کارش را بهتر از موقعی که از او انتقاد می شود انجام ندهد. او یکی از مهمترین دلایل موفقیت اندرو کارنگی را اینطور آشکار می کند که کارنگی از شریکهای خود هم به طور علنی و هم به طور خصوصی تعریف و تمجید می کرد. کارنگی حتی می خواست روی سنگ قبرش هم دستیارانش را ستایش کند. او یک کتیبه برای سنگ قبرش با این مضمون نوشت: اینجا مردی آرمیده که می داند چطور دوستانی که از او باهوشتر بودند او را متقاعد می کردند. قدردانی خالصانه یکی از رازهای موفقیت جان دی راکفلر اول در رفتار و برخورد با مردم بود. برای مثال وقتی که یکی از شرکای او به دلیل خرید نادرست در آمریکای جنوبی $1,000,000 به شرکت خسارت وارد کرد، جان دی باید او را سرزنش میکرد، اما او میدانست که شریکش بتفورد تمام سعی خود را کرده و این کاری بود که شده. از این رو او راهی برای تشویق کردن او پیدا کرد. او به بتفورد تبریک گفت که توانسته بود 60% از پولی را که سرمایه گذاری کرده بود را ذخیره کند. راکفلر گفت این خیلی عالیه، ما همیشه کارها رو به این خوبی نمیتونیم انجام بدیم. من در بریده های روزنامه ها داستانی را دارم که هرگز اتفاق نیفتاده اما ترسیمی از یک حقیقت است. برای همین آن را در اینجا تکرار میکنم. یک زن کشاورز بعد از یک روز سخت کاری انبوهی از یونجه خشک را جلوی اعضای خانواده خود گذاشت و وقتی آنها با عصبانیت از او پرسیدند آیا او دیوانه شده، او جواب داد چرا؟ من از کجا می‌دانستم که شما متوجه می‌شوید؟ من 10 سال است که برای شما آشپزی می‌کنم و در تمام این مدت شما حتی یک کلمه هم با من حرف نزدید و نگفتید که یونجه نمی‌خورید. چند سال پیش مطالعاتی درباره زنان فراری انجام گرفت. فکر می‌کنید دلیل اصلی فرار همسران زن چه بود؟ فقدان قدردانی. من شرط می‌بندم که مطالعات مشابه در مورد مردان فراری همین دلیل را خواهد داشت. ما اغلب از همسران خود سپاسگزاریم و این امر آنقدر بدیهی است که ما به زبان نمی‌آوریم که قدردان آنها هستیم. یکی از اعضای کلاس درخواست همسرش را برای ما تعریف کرد. همسرش و یک گروه از زنان دیگر در کلیسا برنامه‌ای را در مورد اصلاح خود ترتیب داده بودند. آن خانم از همسرش تقاضا کرد تا 6 مورد از کارهایی را که او فکر می‌کند اگر زنش انجام دهد
همسر بهتری خواهد شد را برای او فهرست کند. او به همه کلاس گفت من از تقاضای همسرم بسیار متعجب شدم. راستش را بخواهید برای من خیلی آسان بود تا 6 مورد از رفتارهایی را که دوست داشتم همسرم آنها را تغییر دهد بنویسم. این را هم بگویم اگر او می‌خواست چنین کاری را کند، من هم می‌توانستم هزاران مورد را که او دوست داشت در مورد خودم تغییر دهم، اما من این کار را نکردم. به او گفتم اجازه بده فکر کنم، صبح جوابت را میدهم. صبح روز بعد زود از خواب بیدار شدم، به گل فروشی رفتم و 6 گل رز همراه با یک یادداشت برای همسرم فرستادم. روی یادداشت نوشتم من در تو هیچ عیبی نمیبینم که بخوای آن را تغییر بدهی. من تو را همانطور که هستی دوست دارم. هنگام که عصر به خانه برگشتم فکر میکنید چه کسی برای استقبال از من پشت در ایستاده بود؟ بله درست حد زدید، همسرم. او بدون اینکه حرفی بزند اشک در چشمانش جمع شد و با احساس خود به من گفت چقدر خوشحال است که از او انتقاد نکردم. یک شنبه بعد وقتی همسرم به کلیسا رفت و نتایج کار خود را به دیگر زنانی که در این زمینه با او تحقیق می‌کردند گفت، همگی آنها پیش من آمدند و گفتند این سنجیده ترین رفتاری بوده که تا به حال شنیده ایم و دیده ایم. پس از آن بود که به قدرت معجزه آسای قدردانی پی بردم. فلورنس زیگفلد خارق‌العاده ترین تهیه کننده‌ای که مردم را در تئاتر برادوی مات و مبهوت کرد، شهرت خود را با تعریف و تمجید زیرکانه و توانایی جلوه دادن یک دختر آمریکایی به دست آورد. او همیشه افراد بیروح و کسل کننده را که هیچ کس به آنها نگاه نمی کرد به روی صحنه نمایش می آورد و از آنها مناظر بسیار جالب، جذاب و اغوا کننده ای را می ساخت. او که ارزش قدردانی و اعتماد به نفس را خوب درک کرده بود، با شهامت و دقت زنان را وامی داشت تا احساس کنند که بسیار زیبا هستند. او بسیار واقع‌بین بود. او حتی حقوق دختران گروه کور را از $30 در هفته به $175 افزایش داد و بسیار جوانمردانه رفتار می‌کرد. برای مثال در آغاز شب در تئاتر فولیس به تمام ستارگان بازیگر تلگرام فرستاد و در نمایش بر سر دختران گروه به نشانه زنان زیبای آمریکا گل رز می‌ریخت. یک مرتبه در برابر هوا و هوس خود تسلیم شدم و 6 شبانه روز بدون خوردن چیزی روزه گرفتم. خیلی سخت بود. من در آخر روز 6 کمتر از روز دوم احساس گرسنگی می‌کردم. همانطور که شما هم می‌دانید، من هم می‌دانم اگر خانواده یا کارمندان یک فرد 6 روز بدون غذا بمانند، آن فرد فکر می‌کند که مرتکب گناه بزرگی شده. اما 6 روز، 6 هفته و گاهی اوقات 60 سال سپری می شود دریغ از یک قدردانی صمیمانه، چیزی که خانواده و دوستان ما بیش از هر غذایی به آن نیاز دارند. آلفرد لانت یکی از بزرگترین بازیگران زمان خود هنگامی که نقش اول فیلم تجدید پیوند وینا را بازی می کرد گفت من به هیچ تغذیه‌ای به اندازه تغذیه عزت نفس احتیاج ندارم. ما همیشه فرزندان، دوستان و کارکنان خود را از لحاظ تغذیه تأمین می کنیم، اما چرا عزت نفس و روحیه آنها را تغذیه نمی کنیم؟ ما با آنها گوشت کباب شده و سیب زمینی می دهیم تا انرژی بگیرند، اما از بکار بردن واژه‌های سپاسگزاری که برای سالیان سال در خاطره آنها باقی می ماند و همچون موسیقی ستاره بامدادی در گوش آنها زنگ می زند کوتاهی می کنیم. پاول هاروی در پخش یکی از برنامه‌های رادیویی‌اش به نام بقیه داستان نقل کرد که چطور قدردانی صادقانه زندگی یک نفر را دگرگون کرد. سالها پیش یک معلم در شهر دیترویت از استوی موریس خواهش کرد به او کمک کند تا موشی را که در کلاس گم شده بود پیدا کنند. معلم از این حقیقت که خداوند به او نعمتی داده که هیچ کس در کلاس آن را نداشت بسیار سپاسگزاری کرد. بله، نعمتی را که خداوند به او هدیه کرده بود یک جفت گوش تیز در مقابل 2 چشم نابینا بود، اما در واقع این اولین باری بود که استوی برای گوش‌های تیزش مورد قدردانی قرار گرفت. حالا پس از گذشت سالیان دراز او اعتراف می‌کند عمل قدردانی معلمش
برای او یک شروع زندگی جدید بود، زیرا از آن به بعد او سعی خود را آغاز کرد تا استعداد شنوایی خود را شکوفا کند، تا جایی که در دهه 70 یکی از بزرگترین خوانندگان و آهنگسازان موسیقی پاپ شد. بعضی از شنوندگان که الان دارند این مطالب را میشنوند میگویند نه بابا، تمام این دروغ، چاپلوسیه. من اینو امتحان کردم، نتیجه نمیده. مگه اینکه باهوش باشی. البته چاپلوسی و چرب زبانی برای افراد دقیق و نکته سنج نتیجه بخش نیست و به نظر آنان این کار خودخواهی و ریا تلقی می شود. اما بعضی از افراد آنقدر تشنه و گرسنه قدردانی هستند که مانند انسانی که از شدت گرسنگی علف و کرم خاکی می خورد همه چیز را می بلند. حتی ملکه ویکتوریا هم تحت تاثیر چاپلوسی و چرب زبانی دیگران قرار می گرفت. نخست وزیر بنجامین دیسرالی اعتراف کرد که در رفتار با ملکه اغراق می کرده و همه چیز را بزرگتر از آنچه بوده جلوه می داده. دیسرالی یکی از تنها مردان بسیار زرنگ، ماهر و زیرکی بود که توانسته بود تا دوردستها بر امپراتوری بریتانیا حکومت کند. او در کار خود بسیار نابغه بود، ولی آنچه که برای اون نتیجه بخش است برای من و شما نخواهد بود. خلاصه اینکه چاپلوسی بیش از این که مفید باشد زیان آور است. چاپلوسی رفتاری تقلبی است، همانند پول تقلبی که بالاخره شما را به دردسر میاندازد. تفاوت بین قدردانی و چاپلوسی چیست؟ خیلی ساده است. یکی صادق و دیگری ریاکار است. یکی از دل برمی آید و دیگری از زبان. یکی فداکار و دیگری خودپسند. یکی به طور جهانی مورد ستایش است و دیگری به طور جهانی محکوم. اخیراً مجسمه نیمتنه یک قهرمان مکزیکی به نام ژنرال آلوارو اوبرگان را در قصر چاپولتپک در مکزیک دیدم. در روی این مجسمه کلمات بسیار عاقلانه و آموزنده‌ای از ژنرال را حک کرده بودند. از دشمنانی که به شما حمله می کنند نترسید، بلکه از دوستانی که برای شما چاپلوسی می کنند بترسید. نه، من هرگز چاپلوسی را پیشنهاد نمی کنم، از آن دوری کنید. من در مورد یک روش جدید برای زندگی صحبت می کنم. تکرار می کنم، من در مورد یک روش جدید برای زندگی صحبت می کنم. جورج شاه پنجم 6 ضرب المثل داشت که همیشه روی دیوارهای اتاق مطالعه‌اش در قصر ناتینگهام نصب بود. یکی از آن ضرب المثل‌ها عبارت بود از: به من بیاموز که تعارف نکنم و مورد ستایش ظاهری و بی‌ارزش قرار نگیرم. چاپلوسی فقط ستایش بی‌ارزش است. یک بار جمله‌ای را در مورد چاپلوسی می‌خواندم که فکر می‌کنم ارزش داشته باشد که دوباره آن را تکرار کنم. چاپلوسی آن است که آنچه را که فرد در مورد خود فکر می‌کند برای دیگران فاش کند. رالف والدو امرسون معتقد است از هر زبانی که می‌خواهید استفاده کنید مطمئن باشید هرگز نمی‌توانید خود را غیر از آنچه که هستید نشان دهید. اگر همه ما مجبور بودیم چاپلوسی کنیم، همه در روابط‌های عمومی متخصص می‌شدیم. اگر ما درگیر فکر کردن در مورد مشکلات خاص زندگی نباشیم، به طور معمول می‌توانیم 65% از وقت خود را صرف فکر کردن در مورد خودمان کنیم. و حالا اگر برای مدتی فکر کردن به خودمان را رها کنیم و به فکر کردن در مورد رفتارهای خوب دیگران بپردازیم، دیگر مجبور نمی‌شویم به چاپلوسی، این رفتار تقلبی و بی‌ارزشی که تا از دهان بیرون نیامده فاش می‌شود، پناه ببریم. یکی از حسن رفتارهایی که در زندگی روزانه ما بسیار فراموش می‌شود، قدردانی است. به هر دلیل ما از تعریف و تمجید فرزندان خود غفلت می‌کنیم. هنگامی که آنها کارنامه خود را به خانه می‌آورند یا در پختن کیک یا ساختن آشیانه پرنده بسیار موفق عمل می‌کنند، ما آنها را تشویق نمی‌کنیم. در حالی که هیچ چیز به اندازه توجه، علاقه و تعریف والدین برای فرزندان خوشحال کننده نیست. یادتان باشد وقتی از خوردن فیله گوشت گاو در رستوران لذت میبرید، برای آشپز پیغام بفرستید که آن غذا بسیار عالی بوده. همینطور وقتی یک فروشنده خسته با ادب و نزاکت با شما رفتار میکند، از اون نیز قدردانی کنید.
هر وزیر، سخنران، سخنگوی عمومی این را می‌داند که چاپلوسی کردن در حضور مردم و دریافت نکردن حتی یک جمله تحسین‌آمیز چه ناکامی و شکستی را به دنبال می‌آورد. هر رفتاری که برای افراد حرفه‌ای مؤثر واقع می‌شود، برای کارمندان اداره، مغازه، کارخانه‌ها، دوستان و خانواده‌های ما 2 برابر تأثیر می‌گذارد. در روابط متقابل نباید فراموش کنیم که همکاران ما همه انسان هستند و مشتاق قدردانی میباشند. زیرا قدردانی رفتار بسیار پرمهر و مشروعی میباشد که تمام انسانها و تمام روح و روانها از آن لذت میبرند. سعی کنید در سفرهای روزانه خود رد پای دوستانه ای از رفتاری که حاکی از قدردانی است از خود بر جای بگذارید. این کار موجب تعجب شما خواهد شد وقتی که روز بعد در ملاقات‌های خود می‌بینید که شعله‌های دوستی به طرف شما بلند شدند. پاملا دونهام در فروشگاه نیوفرفیلد در سمت خود یکی از مسئولیت‌هایش نظارت بر مستخدمی بود که کار خود را خوب انجام نمی‌داد. کارکنان دیگر او را مسخره می‌کردند و با ریختن آشغال در راهرو به او نشان می‌دادند که شغل بدی دارد و این کار باعث می‌شد که تولید و کارایی فروشگاه کاهش پیدا کند. پام بدون اینکه موفقیتی حاصل کند راه‌های متفاوتی را امتحان می‌کرد تا این فرد انگیزه پیدا کند. او کم کم متوجه شد که آن مستخدم گاهی اوقات کارش را به درستی انجام می‌دهد. او برای ترغیبش جلوی همه از او سپاسگزاری کرد. از آن به بعد او هر روز بهتر و بهتر می‌شد تا اینکه خیلی زود او تمام کارهای خود را با کفایت و کارایی انجام می‌داد. حالا هم مشغول به کار است و دیگران همه با تشخیص کار خوب او از او قدردانی می‌کنند. قدردانی صادقانه همیشه نتیجه می‌دهد، در حالی که انتقاد و تمسخر همیشه با شکست مواجه می‌شود. آزردن مردم نه تنها تغییری در آنها ایجاد نمی‌کند، بلکه توجه آنان را هم از بین می‌برد. یک ضرب المثل قدیمی هست که آن را از کتابی بریدم و روی آینه‌ام چسباندم تا جلوی چشمم باشد. من باید از این مسیر عبور کنم، باید با مردم مهربانی کنم و هر کاری که میتوانم برای آنها انجام دهم. من نباید غفلت کنم، نباید کارها را به تأخیر بیاندازم، چون ممکن است دیگر هرگز از این مسیر عبور نکنم. امرسون اظهار کرد هر کسی را که ملاقات میکنم به هر نحوی از من بالاتر است و من از او یاد میگیرم. اگر این امر در مورد امرسون حقیقت داشته باشد، در مورد من و شما 1000 بار میتواند حقیقت داشته باشد. بیایید فکر کردن در مورد خواسته ها و موفقیت های خود را کنار بگذاریم و به دیگران و رفتارهای خوب آنها توجه کنیم. بیایید چاپلوسی را فراموش کنیم و از قدردانی های صادقانه و خالصانه در زندگی استفاده کنیم. در تحسین و ستایش دلگرم و صمیمی و دست و دل باز باشید. سپس خواهید دید که مردم شما را با کلمات خود گرامی می‌دارند. گنجینه کلمات آنان را در طول زندگی همراه داشته باشید و هرگاه فراموش کردید دوباره آنها را برای خود تکرار کنید. اصل دوم، صادقانه و خالصانه قدردانی کنید. فصل سوم، هر کس بتواند در افراد اشتیاق ایجاد کند، همه عالم را همراه خود می سازد و اگر نتواند در جاده‌ای پرت و دور افتاده سیر می کند. من اغلب در طول تابستان به ماهیگیری در مین می رفتم. من شخصا خامه و توت فرنگی خیلی دوست دارم، اما به دلیل عجیبی متوجه شدم که ماهی ها خیلی کرم دوست دارند. بنابراین وقتی به ماهیگیری می رفتم به آنچه که خودم می خواستم فکر نمی کردم و به قلاب طعمه خامه و توت فرنگی آویزان نمی کردم. در عوض یک کرم یا یک ملخ جلوی ماهی ها آویزان می کردم و می گفتم دوست ندارید اینو امتحان کنید؟ چرا این احساس و شعور را در صید کردن مردم یا به عبارت دیگر جلب تحسین مردم به کار نبریم؟ این رفتاری بود که لوید جورج نخست وزیر بریتانیا در طول جنگ جهانی اول انجام داد. هنگامی که یک نفر از او پرسید که چطور بعد از دیگر رهبران زمان جنگ همچون ویلسون، اورلاندو،
کلمنسو که همه به فراموشی سپرده شدند او همچنان بر مسند قدرت باقی مانده، او جواب داد که اگر بر قدرت ماندن او دلیلی داشته باشد، دلیلش این بوده که او یاد گرفته طعمه ای را که به قلاب آویزان می کند باید به دلخواه ماهی باشد. چرا در مورد خواسته های خودمان با مردم صحبت می کنیم؟ این خیلی بچگانه یا حتی احمقانه است. البته شما علاقمند به آنچه که می‌خواهید هستید و به طور ابدی این علاقمندی باقی خواهد ماند، اما دیگران علاقمند به خواسته شما نیستند. همه ما مثل شما فکر می‌کنیم، همه ما علاقمند به خواسته های خودمان هستیم. بنابراین روی این زمین خاکی تنها راه تأثیرگذار بر افراد این است: در مورد آنچه که آنها می‌خواهند صحبت کنیم و به آنها نشان دهیم که چطور به خواسته های خود می‌رسند. به خاطر داشته باشید اگر بخواهید فردا کسی را وادار به انجام کاری کنید، به طور مثال دوست ندارید که فرزندتان سیگار بکشد، او را موعظه نکنید و در مورد آنچه که شما می‌خواهید صحبت نکنید، بلکه به او نشان دهید که چطور سیگار کشیدن مانع تشکیل تیم بسکتبال یا برنده شدن در 2 سرعت می‌شود. این رفتار بسیار خوبی است و بهتر است فراموش نشود، چون فرقی نمی کند که شما با انسان سر و کار دارید یا با گوساله یا شامپانزه. برای مثال یک روز رالف والدو امرسون و پسرش سعی می کردند یک گوساله را داخل طویله ببرند، اما آنها مرتکب اشتباه عمومی شدند و آن این بود که آنها فقط در مورد آنچه که خود می خواستند فکر می کردند. امرسون هول می داد و پسرش می کشید. از طرف دیگر گوساله هم با آنچه که خود می‌خواست فکر می‌کرد و پاهایش را سفت کرده بود و با لجبازی از ترک کردن چراگاه خودداری می‌کرد. یک خدمتکار ایرلندی مشکل آنها را دید و به کمکشان آمد. او نمی‌توانست مقاله و کتاب بنویسد، اما دست کم در این موقعیت او بیش از امرسون می‌توانست احساس اسب‌ها و گوساله‌ها را بفهمد. او به این فکر میکرد که گوساله چه میخواهد، سپس انگشت خود را با حس مادرانه در دهان گوساله گذاشت تا گوساله انگشت را بمکد و در حین این کار به آرامی گوساله را داخل طویله برد. هر عملی را که شما از بدو تولد خود تا به حال انجام داده اید به این دلیل است که خود خواهان آن بوده اید. برای مثال زمانی که شما کمک بزرگی به سازمان صلیب سرخ کردید را به یاد دارید؟ بله، این مورد هم جدا از این اصل نیست. شما هدیه بزرگی به صلیب سرخ اهدا کردید چون دوست داشتید و خواستید که کمک کنید. شما خواستید یک عمل زیبا، فداکارانه و آسمانی انجام دهید. هر کاری را که برای برادران من انجام داده ای، در واقع این کار را برای خود من انجام داده ای. اگر این احساس را بیشتر از پولتان دوست نداشتید، هیچ وقت کمک نمی کردید. البته ممکن بود که به دلیل خجالتی بودن یا اینکه دیگری از شما تقاضا کرده کمک کرده باشید، اما یک امر مسلم است و آن این که شما کمک کرده اید چون خودتان خواستید. هری ای اوورستریت در کتاب برجسته خود به نام تأثیر بر رفتار مردم میگوید هر عملی به طور اساسی از آرزو و خواسته های ما سرچشمه میگیرد و بهترین توصیه به متقاعد کنندگان آینده در تجارت، خانه، مدرسه، سیاست این است که سعی کنید در افراد دیگر اشتیاق ایجاد کنید. هر کس بتواند این کار را انجام دهد تمام عالم را همراه خود می سازد و اگر نتواند در جاده پرت و تنهایی سیر می کند. اندرو کارنگی یک اسکاتلندی فقیر که کار خود را با 2 سنت در ساعت شروع کرد و بالاخره $365 وقف کرد، خیلی زود در زندگیش یاد گرفت تنها راه تأثیر گذاشتن بر دیگران این است که در مورد آنچه که آنها می‌خواهند صحبت کند. او فقط 4 سال به مدرسه رفت، اما خوب می‌دانست که چطور با مردم رفتار کند. برای مثال زن برادر او بسیار نگران 2 پسرانش شده بود. آنها در شهر ییل مشغول به کار بودند و آنقدر سرشان گرم بود که فراموش می‌کردند برای خانه نامه بنویسند و هیچ توجهی به نامه‌های پرهیاهوی مادرشان نمی‌کردند. کارنگی سر $100 شرط بست که بدون خواهش کردن می‌تواند جواب نامه‌ها را از آنها بگیرد. زن برادرش شرط او را پذیرفت. او به برادرزاده‌های خود یک نامه دوستانه نوشت و در پینوشت اضافه کرد که برای هر کدام از آنها یک اسکناس $5 فرستاده.
اما او فراموش کرد پولها را همراه نامه ضمیمه کند. بنابراین جواب نامه رسید که نوشته شده بود: عمو اندروی عزیز، نامه مهربان شما خودتان جمله را تمام کنید. نمونه دیگری از رفتار متقاعد کننده در مورد یکی از شرکت کنندگان در دوره‌های ما به نام استن نواک از کلیولند اوهایو می باشد. یک روز عصر استن از سر کار به خانه می آید تا کوچکترین پسرش که در سالن پذیرایی به فریاد کشیدن و لگد زدن مشغول بود را آرام کند. این پسر تیم نام داشت و قرار بود فردای آن روز به مهد کودک برود، اما او ناله و شیون می کرد تا به مهد کودک نرود. واکنش طبیعی استن این بود که او را تنها در اتاقش رها کند و بگوید باید به مهد کودک برود و راه دیگری هم ندارد. اما استن تشخیص داد این روش به تیم کمک نخواهد کرد. سپس به فکر دیگری افتاد. اگر من جای تیم بودم چطور باید برای رفتن به مهد کودک هیجان زده می شدم؟ او و همسرش تمام کارهای سرگرم کننده ای را که تیم دوست داشت فهرست کردند، از قبیل نقاشی با انگشت، آواز خواندن و پیدا کردن دوستان جدید. سپس این کارها را به اجرا درآوردند. همه از جمله همسرم لیل، پسر دیگرم باب و خودم شروع به نقاشی با انگشت روی میز آشپزخانه کردیم. در حالی که سرگرم بودیم و میخندیدیم، تیم از گوشه دیوار زیر چشمی ما را نگاه میکرد. سپس خواهش کرد که او هم در بازی شرکت کند. اوه نه، تو برای اینکه یاد بگیری چطور با انگشت نقاشی کنی باید به مهد کودک بری. بعد با اشتیاقی که در او به وجود آورده بودم به او توضیح دادم که چه سرگرمی‌های دیگری را او در مهد کودک خواهد داشت. صبح روز بعد فکر می‌کردم اولین نفری هستم که بیدار می‌شوم، اما وقتی به طبقه پایین رفتم تیم را دیدم که در صندلی سالن پذیرایی نشسته. در حالی که خواب آلود بود از او پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ جواب داد منتظرم برم مهد کودک، نمیخوام دیر کنم. سعی و تلاش همه خانواده اشتیاقی را در تیم برانگیخت که هیچ گفتگو یا تهدیدی نمیتوانست اینقدر مؤثر واقع شود. فردا ممکن است که بخواهید کسی را برای انجام کاری متقاعد کنید. قبل از اینکه صحبت کنید یک لحظه صبر کنید و از خود بپرسید چطور میتوانم این شخص را ترغیب به انجام کاری کنم؟ این پرسش ما را از عجله و بی‌دقتی در عمل باز می‌دارد. یک بار برای برگزاری چندین سخنرانی سالن رقص هتل بزرگ نیویورک را به مدت 20 شب در هر فصل اجاره کردم. در شروع اولین فصل متوجه شدم باید 3 برابر قبل اجاره بپردازم. این در حالی بود که تمام بلیط‌ها چاپ و پخش شده بودند. در واقع نمی‌خواستم پول اضافی پرداخت کنم، اما حرف زدن من چه فایده‌ای داشت؟ آنها فقط به خواسته های خودشان توجه می کردند. بنابراین 2 روز بعد به دیدن مدیر هتل رفتم. هنگامی که او را دیدم گفتم وقتی نامه شما را دریافت کردم کمی شوکه شدم، اما به هیچ وجه شما را سرزنش نمی کنم. شاید اگر من هم جای شما بودم همانند این نامه را برایتان می نوشتم. به عنوان مدیر هتل وظیفه شما این است که برای هتل سودآوری کنید، چون در غیر این صورت شما اخراج می شوید. حالا اجازه بدهید یک برگ کاغذ بردارم و تمام معایب و مزایایی را که از افزایش اجاره عاید شما می شود را بنویسم. در سربرگ مشخصات را نوشتم و با کشیدن یک خط در وسط برگ 2 ستون، یکی برای معایب و دیگری برای مزایا رسم کردم. در قسمت معایب نوشتم اتاق رقص رایگان. سپس به او گفتم شما از این امتیاز برخوردارید که اتاق رقص هتل خود را برای اجلاس، مراسم رقص اجاره بدهید و این مزیت بسیار بزرگی است، چون شما از طریق چنین اموری بیش از جلسات سخنرانی می توانید پول در بیاورید. اگر من سالن رقص را 20 شب به منظور سخنرانی دوره‌هایم اجاره کنم قطعاً زیان‌آور خواهد بود تا سودآور. ابتدا به جای اینکه درآمد خودتان را از طریق من افزایش بدهید، برعکس کاهش می دهید. در حقیقت از آنجایی که من می توانم مبلغ درخواستی شما را بپردازم، شما یک مبلغی را به طور کلی از دست می دهید و من هم مجبور می شوم که سخنرانی های خود را در جای دیگری برگزار کنم. همچنین یکی از مزایای دیگر این است که این سخنرانی ها افراد بسیار با فرهنگ و تحصیل کرده ای را جذب هتل شما می کند. این می تواند تبلیغات خوبی برای شما باشد، اینطور نیست؟
برای مثال اگر شما برای تبلیغ در روزنامه $5,000 خرج کنید، نمیتوانید از این طریق افراد بسیاری را برای دیدن هتلتان به اینجا بیاورید، در صورتی که من با سخنرانی هایم میتوانم این کار را بکنم. این خیلی به نفع هتل است، یا نیست؟ همانطور که صحبت میکردم، هم معایب و هم مزایا را زیر عنوان مربوط نوشتم و بعد برگه را به مدیر هتل دادم و گفتم امیدوارم هم مزایا و هم معایب این کار را بسنجید و بعد به من نتیجه نهایی را اعلام کنید. روز بعد نامه‌ای دریافت کردم و در آن نوشته شده بود که به جای 300% فقط 50% اجاره افزایش پیدا می‌کند. توجه می‌کنید؟ چطور بدون اینکه یک کلمه بگویم که چه می‌خواهم تخفیف گرفتم؟ من تمام وقت در مورد این صحبت می‌کردم که افراد دیگر چه می‌خواهند و چگونه می‌توانند به آن برسند. فرض کنید رفتار طبیعی هر انسان دیگری را در پیش می‌گرفتم. برای مثال به دفتر او می‌رفتم، داد و فریاد می‌کردم و می‌گفتم 300% افزایش قیمت در اجاره؟ یعنی چه؟ در حالی که می‌دانستم بلیط‌ها و اعلامیه‌ها همه پخش شدند. دوباره فریاد می‌کشیدم 300%؟ مسخره است، من این پولو نمیدم. به نظر شما چه اتفاقی می‌افتاد؟ به طور قطع دعوا و درگیری و بحث و جدل پیش می آمد و البته می دانید که آخر هر دعوایی چه می شود. حتی اگر او را متقاعد هم می کردم که اشتباه کرده، غرورش به او اجازه نمی داد که عقب بکشد و تسلیم شود. در اینجا نمونه‌هایی از بهترین توصیه‌ها در هنر برقراری ایجاد رابطه با انسان‌ها آورده شده. هنری فورد معتقد بود اگر کسی موفق است، راز موفقیتش در توانایی او در رفتار با مردم نهفته است. توانایی این که بتواند نظرهای دیگران را درک کرده و همه چیز را ابتدا از زاویه دید آنها و بعد از زاویه دید خود ببیند. این نکته خیلی جالبی است. من دوست دارم دوباره آن را تکرار کنم. اگر کسی موفق است، راز موفقیتش در توانایی او در رفتار با مردم نهفته است. توانایی این که بتواند نظرهای دیگران را درک کرده و همه چیز را ابتدا از زاویه دید آنها و بعد از زاویه دید خود ببیند. این کاری ساده و آشکار است که در یک نگاه حقیقت را ببینیم. آیا 90% مردم روی زمین 90% چشم پوشی می کنند؟ با یک مثال چطورید؟ به تمام نامه‌هایی که فردا صبح روی میز شما قرار می‌گیرند نگاه کنید. متوجه می‌شوید بیشتر آنها اصل مهم عقل و شعور را زیر پا گذاشتند. به این نامه‌ها توجه کنید. این نامه توسط رئیس پخش رادیویی یک آژانس تبلیغاتی نوشته شد و سپس به مدیر ایستگاه رادیویی محلی کشور فرستاده شد. من واکنش خود را نسبت به هر پاراگراف اعلام می‌کنم. آقای جان بلانک، بلانکویل، ایندیانا. حضور محترم آقای بلانک، شرکت فلان علاقمند است که موقعیت خود را در رهبری آژانس تبلیغاتی در تولیدات رادیویی حفظ نماید. اما واکنش من: چه کسی اهمیت می دهد که شرکت شما چه می خواهد و به چه علاقمند است؟ من نگران مشکلات خود هستم. بانک دارد خانه رهنی من را ضبط می کند. سازها دارند گلهای ختمی من را خراب می کنند. قیمت اوراق بهادار سقوط کرده. امروز صبح دیر کردم. دیشب به مهمانی رقص جونز دعوت نشدم. دکتر به من گفته فشار خون بالا و ورم عصب و شوره سر دارم. حالا هم که با نگرانی به اداره آمدم و نامه‌ام را باز می کنم، یک آدم گستاخ از نیویورک برای من ورور می کند که شرکتش چه می خواهد. اگر او میدانست که نامش چه تأثیری روی من گذاشته، حتما کار تبلیغاتیش را رها می‌کرد و به تولید مواد ضد عفونی کننده گوسفند می‌پرداخت. اما ادامه نامه و پاراگراف دوم: اعتبارات تبلیغاتی ملی این آژانس پشتیبان شبکه بودند. تصفیه حساب‌های به موقع ما را در رأس تمام آژانس‌ها قرار داده. اما واکنش: شما آدم بزرگ، ثروتمند و در رأس همه هستید. خب که چی؟ حتی اگر به بزرگی ژنرال موتورز، ژنرال الکتریک و ژنرال استف و تمام ارتش آمریکا هم باشید، من هیچ ارزشی برای شما قائل نیستم.
حتی اگر نصف عقل مرغ مگسخوار را داشتید متوجه می شدید که من به بزرگ بودن خودم اهمیت می دهم، نه به بزرگ بودن شما. تمام حرفهای شما در مورد موفقیت بزرگتان به من احساس ناچیز بودن می دهد. ادامه نامه و پاراگراف 3. ما می خواهیم اعتبار آژانس خودمان را از طریق اطلاعات ایستگاه رادیویی تبلیغ کنیم. واکنش من: شما می‌خواهید؟ شما یک کودک تمام عیار هستید. من علاقه‌مند به آنچه که شما می‌خواهید یا رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد نیستم. بگذارید یک بار و برای همیشه بگویم من علاقه‌مند به خواسته‌های خودم میباشم و شما در نامه‌تان حتی یک کلمه هم درباره آن نگفتید. پاراگراف 4 نامه: بنابراین اگر ممکن است شرکت را در لیست اولویت قرار بدهید، چون ذخیره کردن زمان به نفع آژانس می باشد. واکنش من: لیست اولویت؟ شما خیلی گستاخ هستید. شما با تعریف از شرکتتان من را تحقیر می کنید و بعد حتی بدون گفتن لطفاً از من می خواهید که شما را در لیست اولویت قرار بدهم. پاراگراف 5 نامه: جواب فوری این نامه و گزارش آخرین فعالیت‌های شما به طور دو جانبه مفید خواهد بود. واکنش من: شما آدم ابله، یک نامه بسیار بی‌ادبانه برای من پست می‌کنی در حالی که من نگران رهن خانه، گل‌های ختمی و فشار خونم هستم. با گستاخی از من می‌خواهید که بنشینم و جواب نامه شما را بنویسم، آن هم فوری؟ منظورتان چیست از کلمه فوری؟ شما نمیدانید که من هم به اندازه شما پرمشغله هستم، یا حداقل دوست دارم فکر کنم که هستم؟ مهمتر از همه این که چه کسی به شما اجازه داده که اینطور شاهانه به من دستور بدهید؟ از جانب خودتان میگویید که به طور دو جانبه مفید خواهد بود. شما از کجا میدانید؟ از کجا میدانید نظر من چیست؟ به هیچ وجه شما نمیدانید که نفع من در چیست. پاراگراف آخر نامه: با احترام آقای مدیر پخش رادیو. پینوشت: چاپ جدید روزنامه بلنکویل ضمیمه نامه شده، حتما مورد توجهتان قرار میگیرد و میتوانید آن را در رادیو پخش کنید. واکنش من: و سرانجام در پینوشت به من مسئله ای را میگویید که ممکن است یکی از مشکلاتم را حل کند. اصلا چرا نامه را اینطور شروع نکردید؟ اصلا بلش کن، چه فایده ای دارد؟ هر فرد تبلیغاتی که بخواهد چنین حرفای مزخرف و آبکی را تحویل دیگری دهد حتما مغزش عیب پیدا کرده. شما احتیاج به نامه‌ای که من در آن آخرین فعالیت‌هایم را توضیح دهم ندارید، بلکه تنها چیزی که شما نیاز دارید مقداری یود برای غده تیروئیدتان است. در نظر بگیرید اگر افرادی که زندگی خود را وقف تبلیغات می‌کنند یا خود را در هنر تأثیرگذاری بر مردم کارشناس نشان می‌دهند چون این نامه‌ای را بنویسند، دیگر از قصاب و نانوا و مکانیک چه انتظاری می‌توان داشت؟ در اینجا نامه دیگری وجود دارد که توسط سرپرست یک ترمینال بزرگ باربری به دانشجوی دوره آموزشی به نام ادوارد ورمیلن نوشته شده. این نامه چه تأثیری بر مخاطب خود داشته؟ ابتدا آن را بشنوید، بعد به شما خواهم گفت. شرکت پسران زرکا، خیابان 28 بروکلین، نیویورک. قابل توجه آقای ادوارد ورمیلن. آقایان، از آنجایی که درصد عمده کالاها با تأخیر زیاد در بعد از ظهر به ما تحویل داده می شوند، عملکرد حمل و نقل ما در اعزام کالا به بیرون از بندر دچار اختلال شده و همه کارهای ما به تأخیر می افتند. در نتیجه این شرایط موجب تراکم کار، اضافه کاری کارگران، تأخیر کامیونها و در بعضی مواقع تأخیر در دریافت کرایه باربری شده. به عنوان مثال در 10 نوامبر ما از کارخانه شما حدود 510 قطعه کالا خریداری کردیم که ساعت 4:20 بعد از ظهر به دست ما رسیده. بنابراین برای از بین بردن مشکل دریافت بار از شما تقاضای همکاری می‌کنیم. در صورت امکان از این به بعد هنگام حمل بار، البته به همان اندازه‌ای که قبلا فرستادید، سعی خود را بکنید که کامیون‌ها را زودتر بفرستید یا حداقل بخشی از بار را در صبح به ما تحویل بدهید. نفعی که شما از این کار میبرید این است که میتوانید کامیون‌های حامل بار را خیلی فوری اعزام کنید و همچنین مطمئن باشید که کرایه بار را هم زودتر دریافت میکنید. با کمال احترام، JB. بعد از خواندن نامه آقای ورمیلن، مدیر فروش شرکت پسران زرکا، نظر خود را در یک نامه برایم نوشت.
این نامه منظور خود را خیلی دیر رسانده. برای مثال شروع نامه در مورد مشکلات ترمینال می باشد که به طور کلی ما هیچ علاقه‌ای به شنیدن آنها نداریم. سپس از ما تقاضای همکاری شده بدون توجه به اینکه آیا امکان این کار برای ما هست یا نه. و بالاخره در آخرین پاراگراف متذکر می شود که اگر ما همکاری کنیم این به نفع ما خواهد بود و کامیون‌های باری ما سریعتر اعزام می شوند و کرایه بار بنابر تاریخ وصول آن جلو می افتد. به عبارت دیگر آنچه را که مورد توجه و علاقه ما هست در آخر نامه ذکر کرده و تأثیر کلی این نامه تحریک کننده ی حس دشمنی است تا همکاری. حالا اجازه بدهید این نامه را بازنویسی کنیم و وقت مخاطب را با صحبت کردن در مورد مشکلات ما نگیریم و یک نامه بهتر و مؤثرتر ارائه دهیم. همانطور که هنری فورد میگوید بیاییم به نظرات دیگران توجه کنیم و همه چیز را ابتدا از زاویه دید آنها و بعد از زاویه دید خودمان ببینیم. در اینجا نمونه بازنویسی شده نامه آورده شده که شاید به بهترین نحو نوشته نشده باشد اما خیلی بهتر از نامه قبلی است. آقای ادوارد ورمیلن، شرکت پسران زرگاه، خیابان 28 بروکلین، نیویورک. حضور محترم آقای ورمیلن، شرکت شما یکی از بهترین مشتریان ما در 14 سال اخیر بوده. بنابراین از حمایت شما در طی این سالها بسیار سپاسگزاریم و علاقه‌مندیم تا سرویس سریع و کارآمدی را که شما سزاوار آن هستید به شما ارائه دهیم. اما با اظهار تأسف باید بگویم از آنجایی که کامیون‌های شما بار را خیلی دیر در بعد از ظهر به ما میرسانند، همانطور که در تاریخ 10 نوامبر این اتفاق افتاد، این سرویس دهی برای ما امکان پذیر نیست. چرا؟ چون مشتریان دیگر هم در تحویل بار به ما تأخیر دارند. در نتیجه این کارها باعث تراکم کار می شود و این به آن معناست که کامیون‌های شما روی اسکله نگه داشته می شوند و گاهی اوقات حتی کرایه بار برای شما هم به تأخیر می افتد. این مسئله مشکل ساز است، اما می توانیم جلوی این کار را بگیریم. اگر برای شما امکان داشته باشد که بارها را هنگام صبح تحویل دهید، کامیون‌های شما زودتر حرکت می کنند. علاوه بر آن کرایه بار هم سریعتر پرداخت می شود و کارگران ما هم می توانند شب زودتر به خانه بروند و از خوردن شام خوشمزه ماکارونی و رشته فرنگی که از فراورده های شماست لذت ببرند. قطع نظر از این که محموله بار شما چه وقت می رسد، بسیار خرسندیم تا آنجا که در توان داریم بتوانیم در خدمت شما باشیم. میدانم که بسیار درگیر کار هستید، پس لطفاً برای جواب نامه به زحمت نیفتید. با کمال احترام، جی پی. باربارا اندرسون در بانکی در نیویورک کار میکرد. دوست داشت به علت سلامتی پسرش به فونیکس، آریزونا نقل مکان کند. با استفاده از اصول و قوانینی که در دوره‌های آموزشی ما یاد گرفته بود، نامه زیر را به 12 بانک در فونیکس نوشت. آقای محترم، تجربه 10 ساله من در زمینه بانکداری برای بانک در حال توسعه شما سودمند خواهد بود. در موقعیت‌های متفاوت در فعالیت‌های بانکی با شرکت امانتداری بانکداران در سمت مدیر شعبه مهارت‌هایی را در تمام زمینه‌ها از جمله امور سپرده‌گذاری، وام، موجودی، امور بستانکار و دیگر امور اجرایی کسب کردم. من در ماه می به فونیکس نقل مکان خواهم کرد و مطمئن هستم به رشد و توسعه و سودآوری بانک شما کمک خواهم کرد. من در 3 آوریل در فونیکس خواهم بود و از شما بسیار قدردانی می کنم اگر این فرصت را به من بدهید که نشان بدهم چطور می توانم در جهت اهداف بانک به شما کمک کنم. با کمال احترام، باربارا اندرسون. آیا فکر می کنید خانم اندرسون از این نامه جوابی گرفت؟ 11 بانک از 12 بانک او را برای مصاحبه دعوت کردند. او نمیدانست که کدام را انتخاب کند. چرا؟ چون خانم اندرسون درباره خواسته های خودش صحبت نکرد، اما این را نوشت که چطور میتواند به آنها کمک کند و بیشتر روی خواسته های آنها تأکید کرد. امروزه هزاران نفر از فروشندگان با خستگی، ناامیدی، دستمزد کم در خیابانها برای پیدا کردن شغل سرگردان هستند. چرا؟ چون آنها همیشه به چیزهایی فکر می‌کنند که خود می‌خواهند. آنها توجهی نمی‌کنند که من یا شما می‌خواهیم چیزی بخریم. ما هر دو در رسیدن به خواسته هایمان و حل مشکلاتمان می‌توانیم به هم کمک کنیم.
بنابراین اگر فروشندگان کالاها و خدمات خود را به ما نشان بدهند، دیگر نیازی ندارند که به ما چیزی بفروشند، چون ما خودمان آنها را می‌خریم. به عبارت دیگر مشتریان دوست دارند احساس کنند که چیزی را می‌خرند، نه اینکه چیزی به آنها فروخته می‌شود. با این حال فروشندگانی هستند که در کار فروشندگی از زاویه دید مشتری نگاه نمی‌کنند. برای مثال سالها بود که در فورست هیلز، مجتمع کوچکی از املاک خصوصی در مرکز گریتر نیویورک زندگی می‌کردم. یک روز که داشتم به طرف ایستگاه می‌رفتم، به طور اتفاقی یکی از مشاوران املاک آنجا را که سالها به خرید و فروش ملک مشغول بود را دیدم. او منطقه فورست هیلز را خوب می‌شناخت. بلافاصله از او پرسیدم: خانه گچبری شده من آیا با کاشی‌های کاذب ساخته شده یا با توخالی؟ توخالی نوعی تخته است. او گفت نمیداند و سپس همان چیزی را که خودم هم میدانستم گفت. این که با انجمن املاک فورست هیلز تماس بگیرم و از آنجا بپرسم. صبح روز بعد نامه‌ای از او دریافت کردم. آیا او اطلاعاتی را که من میخواستم به من داد؟ او میتوانست در 60 ثانیه پشت تلفن این را به من بگوید، اما نگفت، بلکه در نامه‌اش دوباره تکرار کرده بود که میتوانم از طریق تلفن این اطلاعات را به دست بیاورم. او هیچ علاقه‌ای نداشت که به من کمک کند، بلکه فقط میخواست به خودش کمک کند. جی هاروارد لوکاس از بیرمنگام آلاباما تعریف میکند چطور دو فروشنده در یک شرکت موقعیت مشابهی را کنترل میکردند. او گزارش داد: سالها پیش من در گروه مدیریت یک شرکت کوچک کار میکردم. در نزدیکی ما یک شرکت بزرگ بیمه قرار داشت. کارگزاران آنها معامله زمین و املاک را به عهده داشتند و کار شرکت ما به 2 نفر از کارگزاران آنها به نامهای کارل و جان محول شده بود. یک روز صبح کارل بر حسب اتفاق به دفتر ما آمد و گفت شرکت آنها به تازگی بیمه‌نامه جدیدی را برای مدیران اجرایی طرح کرده که ممکن است بعدها برای ما مفید واقع شود. سپس گفت اگر اطلاعات بیشتری به دست آورد برمیگردد و به ما میگوید. همان روز جان ما را در حالی که از استراحت و نوشیدن قهوه برمیگشتیم دید و فریاد زد: آی لوک، صبر کن، من براتون خبر خوبی دارم. او با هیجان زیاد به طرف ما آمد و همه چیز را در مورد تصمیم جدید شرکت در راستای بیمه‌نامه مدیران اجرایی تعریف کرد. و این همان خبری بود که کارل به طور عادی به ما گفته بود. او در مورد بیمه اطلاعاتی را به ما داد و در آخر گفت این طرح خیلی جدید است. فردا 1 نفر را از شرکت میفرستم تا همه چیز را مفصل برایتان توضیح دهد. حالا در این فاصله بیایید فرم تقاضاها را امضا کنید. در راه بیشتر در مورد آن صحبت می‌کنیم. شوق و ذوق او اشتیاق ما را برانگیخت تا به این بیمه‌نامه فکر کنیم. هرچند جزئیات کار را نمی‌دانستیم، وقتی که اطلاعات کامل در دسترس ما قرار گرفت، نظر جان را نسبت به طرح جدید تصدیق کردیم. او نه تنها به هر کدام از ما یک بیمه‌نامه فروخت، بلکه بعدها بیمه‌نامه‌ها را 2 برابر کرد. بنابراین کارل هم می‌توانست چنین فروشی داشته باشد، اما او اصلاً تلاشی برای تحریک کردن نکرد. دنیا پر است از آدم‌هایی که چنگ می‌زنند تا فقط سود شخصی خود را بیابند. بنابراین تعداد معدودی از انسان‌ها هستند که فداکارانه برای دیگران تلاش می‌کنند و از سود و منفعت بزرگی برخوردارند. آنها کمتر رقابت می‌کنند. اوون دی یانگ، وکیل مشهور و یکی از بزرگترین رهبران تجاری آمریکا گفت: هر کس بتواند خود را جای فرد دیگری بگذارد و بتواند عقاید آنها را بفهمد، هرگز نیازی ندارد که برای آینده خود و ذخایر آینده خود نگران باشد. اگر فقط یک نکته از این کتاب یاد بگیرید و آن این که به فکر کردن و اهمیت دادن به نظرات دیگران تمایل داشته باشید و همه چیز را از دید آنها نگاه کنید، به طور قطع یکی از شالوده‌های ساختمان زندگی خودتان را بنا کرده اید. البته توجه به عقاید دیگران و ایجاد اشتیاق در دیگران برای انجام دادن کاری این نیست که شما آن فرد را گول بزنید تا کاری را انجام دهد که به نفع شما و به ضرر خودش تمام شود، بلکه هر دو طرف معامله باید بهره مند شوند. در نامه‌های خطاب به آقای ورمیلن هم فرستنده و هم گیرنده با انجام پیشنهادات سود بردند. همچنین هم بانک و هم خانم اندرسون هر دو از طریق آن نامه برد کردند. بانک یک کارمند بسیار با ارزش به دست آورد و خانم اندرسون یک شغل مناسب و در مثال فروش بیمه
هر دو هم جان و هم آقای لوکاس از این معامله بهره مند شدند. نمونه دیگری از این اصل که اگر در دیگران اشتیاق ایجاد کنید همه بهره مند میشوند در داستان مایکل ایویدن از جزیره رود به طور آشکار بیان شده. او یک فروشنده محلی بود که برای شرکت نفت شل کار میکرد. او میخواست در آن منطقه تمام محصولات شرکت را بفروشد و به عنوان یک فروشنده معتبر شناخته شود، اما یک تعمیرگاه که توسط فرد مسن‌تری اداره میشد او را از این هدف باز می‌داشت. چون آن فرد هیچ انگیزه‌ای برای تمیز نگه داشتن تعمیرگاهش نداشت و همه چیز نامرتب و در شرایط بسیار بدی بود که این خود تا حد زیادی موجب کاهش فروش آنها میشد. مدیر تعمیرگاه به هیچ طریقی به درخواست‌های مایک در جهت بهبود وضعیت کارگاه گوش نمی‌کرد. بنابراین بعد از صحبت‌های دوستانه و خواهش و تمنا که هیچ کدام تأثیری نداشت، مایک تصمیم گرفت او را به جدیدترین تعمیرگاه شل در منطقه دعوت کند. دیدن آن تعمیرگاه با جدیدترین امکانات تأثیر بسزایی روی آن مدیر گذاشت و هنگامی که مایک به دیدن او رفت، تعمیرگاه بسیار تمیز و مرتب شده، از طرف دیگر باعث افزایش فروش هم شده بود. این امر موجب شد تا مایک در کار فروش خود موفق ترین باشد. تمام صحبت‌ها و بحث‌های او بیفایده بودند، اما هنگامی که آن تعمیرگاه پیشرفته را به آن مدیر نشان داد، توانست در او اشتیاق ایجاد کند و خود نیز به هدفش برسد. به این ترتیب هم مایک و هم آن مدیر تعمیرگاه به نفع خود رسیدند. بسیاری از افراد به کالج می‌روند تا خواندن شعرهای ویرجیل شاعر بزرگ رومی را یاد بگیرند یا رمز و راز علم حساب را کشف کنند بدون آنکه توجهی به عملکرد ذهن خود داشته باشند. برای مثال یک دوره آموزشی برای جوانان فارغ التحصیل کالج در مورد گفتار تأثیرگذار برگزار کردم. این جوانان می‌خواستند در شرکت کریر در زمینه ساخت و تولید دستگاه‌های تهویه مشغول به کار شوند. یکی از شرکت کنندگان کلاس می‌خواست دیگران را متقاعد کند که در اوقات فراغتشان بسکتبال بازی کنند. او به دوستانش گفت: من می‌خواهم شما بیرون بیایید و بسکتبال بازی کنید. من دوست دارم بسکتبال بازی کنم، اما چند دفعه آخری که به باشگاه رفتم برای برگزاری مسابقه بسکتبال تعداد کافی بازیکن نداشتیم. همینطور شب گذشته 2-3 نفر از ما به طرف توپی که پرتاب شد دویدیم و به هم برخوردیم و چشم من کبود شد. ای کاش فردا شب همه برای مسابقه بسکتبال بیایید. من خیلی دوست دارم با شما بازی کنم. آیا او در مورد خواسته های شما هم حرفی زد؟ نه. بنابراین شما نمیخواهید به باشگاهی بروید که هیچ کس نمیرود. میخواهید؟ شما اهمیت نمیدهید که او چه میخواهد. شما دوست ندارید که چشمتان کبود شود. آیا او با دعوت کردن شما به ورزشگاه میتوانست شما را به بازی کردن بسکتبال ترغیب کند؟ به طور یقین او با صرف کمی انرژی، حرارت، شور و اشتیاق و به کارگیری فکر و تیزهوشی و شوخی و خنده و بازی بسکتبال در باشگاه می توانست این کار را بکند. اجازه بدهید توصیه زیرکانه پروفسور اوورستریت را دوباره تکرار کنم. هر کس بتواند در دیگران اشتیاق ایجاد کند، همه عالم را همراه خود می سازد و اگر نتواند در جاده‌ای پرت و دور افتاده سیر می کند. یکی از دانشجویان دوره آموزشی هم نگران پسر کوچکش بود. آن کودک کم وزن بود و به درستی غذا نمیخورد. پدر و مادر او روش طبیعی را در پیش گرفتند. تمام مدت او را سرزنش میکردند و قرولند میکردند. مامان دوست داره تو اینو بخوری. بابا دوست داره تو بزرگ بشی، یه مرد بشی. آیا به نظر شما آن کودک توجهی به درخواستهای پدر و مادرش میکرد؟ بله. توجه او به اندازه توجه شما به یک دانه شن در ساحل شنی بود. هیچ کس با داشتن عقل سلیم انتظار ندارد یک کودک 3 ساله در برابر نظر پدر 30 سالش واکنش نشان دهد، اما این چیزی بود که آن پدر از کودکش انتظار داشت و این بسیار احمقانه بود. اما او بالاخره متوجه شد و به خودش گفت: این پسر چه میخواهد؟ چطور میتوانم خواسته های خودم را با خواسته های این بچه یکی کنم؟ وقتی فکرش را کردید خیلی آسان است. پسر او یک 3 چرخه داشت و او عاشق این بود که از پیاده رو بالا و پایین برود و از جلوی خانه ها در شهر بروکلین رد شود.
چند خانه آن طرفتر یک پسر قلدر زندگی میکرد که همیشه 3 چرخه را از پسرش میگرفت و خودش سوار میشد و پسرش با جیغ و داد به طرف مادرش میدوید و مادرش آن 3 چرخه را از پسر قلدر پس میگرفت و بچه خود را سوار آن میکرد. این اتفاقی بود که تقریبا هر روز رخ میداد. آن پسر کوچک چه میخواست؟ به طور مسلم به شرلوک هولمز نیازی نبود تا جواب مسئله را پیدا کند. غرور، عصبانیت و اشتیاق او برای حس مهم بودن قوی ترین احساسات طبیعی بودند که او را برای انتقام گرفتن و خرد کردن دماغ آن قلدر تحریک می کردند. بنابراین هنگامی که پدرش به او گفت می تواند آن پسر قلدر را شکست دهد اگر آنچه را که مادرش می گوید بخورد، دیگر هیچ مشکلی در غذا خوردن او پیش نیامد. چون پدرش به او قول داده بود که او میتواند پسر بزرگتر از خودش را حسابی کتک بزند. آن پسر برای اینکه به حد کافی بزرگ بشود تا بتواند آن پسر قلدری را که همیشه او را تحقیر میکرد بزند، هر نوع غذایی از قبیل اسفناج، خوراک کلم، ماهی و غیره را میخورد. بعد از حل این مشکل، پدر و مادر او دوباره با مشکل دیگری روبرو شدند. آن پسر هر شب به طور عادت رخت خوابش را خیس میکرد. او با مادر بزرگش میخوابید. صبح که مادر بزرگ از خواب بیدار میشد و ملافه را لمس میکرد میگفت جانی نگاه کن، دوباره این چه کاری بود کردی؟ آن پسر جواب میداد نه، من این کارو نکردم، خودت کردی. بعد هم پدر و مادرش او را دعوا و تنبیه بدنی میکردند یا او را فریب میدادند و دائم میگفتند او نباید این کار را بکند. اما هیچ کدام از این روش‌ها فایده ای نداشت. بنابراین آن پدر و مادر از خودشان پرسیدند چطور میتوانیم او را وادار کنیم که رخت خوابش را خیس نکند؟ خواسته های او چه بودند؟ خواسته اول، او دوست داشت به جای لباس خواب بلند مثل پدرش پیژامه بپوشد. مادرش که از شرارت‌های شبانه او خسته شده بود با خوشحالی قبول کرد برایش پیژامه بخرد، اما به شرط آنکه او خودش را اصلاح کند. خواسته دوم، او یک تخت خواب می‌خواست که مال خودش باشد. مادرش هیچ اعتراضی نکرد و او را به یک فروشگاه در بروکلین برد و به دختر فروشنده چشمک زد و گفت اینجا یه آقای محترم اومده که میخواد خرید کنه. دختر فروشنده با لحن محترمانه گفت آقای جوان، چه کمکی میتونم بکنم؟ آن پسر کمی قدش را با پنجه پا بلندتر کرد و گفت من میخوام یه تخت خواب برای خودم بخرم. سپس دختر فروشنده تخت خوابی را که مادر آن پسر با اشاره انتخاب کرده بود به پسرش نشان داد و او را متقاعد کرد که آن را بخرد. روز بعد آنها تخت خواب را تحویل گرفتند و وقتی پدر به خانه آمد، پسر کوچک به طرف درب دوید و فریاد زد پدر، بیا بالا و تخت خوابی که خودم خریدم و ببین. پدر در حالی که به تخت خواب نگاه می‌کرد، گفته شواب را اطاعت کرد. او در تحسین بسیار دلگرم و در تعریف و تمجید بسیار گشاده دست بود. سپس پدر گفت ببینم تصمیم داری این تخت خوابتم خیس کنی؟ آره؟ اوه نه، من دیگه این تخت خوابو خیس نمی کنم. او قول داد چون پای غرورش در میان بود. او خودش به تنهایی آن تخت خواب را خریده بود و مال خودش بود و حالا مثل یک مرد کوچک پیژامه پوشیده بود. او میخواست مثل یک مرد رفتار کند و این کار را هم کرد. پدر دیگری به نام کیتی داتسمن که مهندس تلفن و دانشجوی دوره‌های آموزشی هم بود، نمیتوانست دختر 3 سالش را وادار کند تا صبحانه‌اش را بخورد. بنابراین از روش‌های سرزنش، خواهش و فریب استفاده کرد که همه این روش‌ها بیهوده بودند. در نتیجه یک روز والدین او از خود پرسیدند چطور میتوانیم او را به خوردن صبحانه وادار کنیم. آن دختر کوچک عاشق تقلید کردن از مادرش بود چون احساس میکرد بزرگ شده. بنابراین یک روز او را روی صندلی گذاشتند و اجازه دادند خودش صبحانه درست کند. در یک وقت مناسب هنگامی که او داشت غلات را با هم مخلوط میکرد، پدر ناگهان وارد آشپزخانه شد. او به پدرش گفت اوه نگاه کن پدر، امروز من صبحونه رو درست میکنم. آن دختر کوچک بدون هیچ حقه و فریبی 2 پرس غذا خورد چون آن را دوست داشت و خودش آن را درست کرده بود و این کار به او حس اهمیت میداد. همچنین او با درست کردن صبحانه توانسته بود بسیاری از احساسات خودش را نیز ابراز کند. ویلیام وینتر معتقد بود توانایی ابراز احساسات خود بزرگترین ضرورت و نیاز بشر می باشد.
چرا ما نمیتوانیم چون این درس‌های روانشناسی را در معامله‌های تجاریمان به کار ببریم؟ هنگامی که ما یک پیشنهاد و نظر عالی داریم، چرا به جای اینکه به دیگران بفهمانیم این نظر برای خودمان است، به آنها اجازه ندهیم که خودشان آن نظر را پخته و آماده کنند؟ چون باعث می شود آنها نظر را از آن خود بدانند و دوست دارند که 2 پرس از آن را بخورند. به یاد داشته باشید، اول در دیگران اشتیاق ایجاد کنید. هر کس بتواند این کار را بکند، همگی عالم را همراه خود می سازد و اگر نتواند، در جاده‌ای پرت و دور افتاده سیر می کند. اصل سوم، در دیگران اشتیاق ایجاد کنید. به طور خلاصه، فنون اساسی در رفتار با مردم. اصل اول، انتقاد، سرزنش و گلایه نکنید. اصل دوم، صادقانه و خالصانه قدردانی کنید. اصل سوم، در دیگران اشتیاق ایجاد کنید. بخش دوم، 6 روش برای اینکه مردم شما را دوست داشته باشند. فصل اول، دیگران را دوست بدارید تا آنها شما را دوست داشته باشند. چرا برای پیدا کردن دوست این کتاب صوتی را بشنویم؟ چرا فنون کسی را که در جهان بهترین یابنده دوست می باشد را گوش نکنیم؟ او چه کسی است؟ شاید شما فردا در خیابان او را ملاقات کنید. وقتی به فاصله چند متری او می رسید، او دمش را برای شما تکان می دهد و اگر او را نوازش کنید بسیار شگفت زده می شود و به شما نشان می دهد که چقدر شما را دوست دارد. البته شما می دانید که پشت این محبت او هیچ انگیزه‌ای نهفته نیست. او قصد ندارد با شما ازدواج کند یا ملکی را به شما بفروشد. آیا تا به حال فکر کرده اید سگ تنها حیوانی است که مجبور نیست برای امرار معاش کار کند؟ یک مرغ مجبور است تخم بگذارد، یک گاو باید شیر بدهد، یک قناری باید آواز بخواند، اما یک سگ با عشق ورزیدن و محبت کردن به شما زندگی خود را می‌گذراند. وقتی فقط 5 سالم بود، پدرم یک توله سگ موزرد به قیمت 50 سنت برایم خرید. نام آن را تیپی گذاشتم. او تمام شادی و سرگرمی دوران بچگیم بود. هر بعد از ظهر حدود ساعت 4:30 او در حیاط می نشست و چشمان قشنگش را به راه می دوخت و به محض اینکه صدای مرا می شنید یا می دید که با در دست داشتن سطل غذا به طرف او می آیم، مثل یک گلوله شلیک می شد. نفس نفس زنان از بالای تپه به طرفم می دوید و با پرش و پارس کردن به من سلام می کرد و خوشحالی خالصانه خود را به من نشان می داد. تیپی به مدت 5 سال دوست همیشگی من بود، اما در یک شب غم‌انگیز که هیچ وقت فراموش نمی کنم، در چند قدمی خودم به وسیله صاعقه کشته شد. مرگ تیپی بزرگترین فاجعه دوران کودکی من بود. تیپی، تو هرگز کتابی در مورد روانشناسی نخواندی، یعنی نیازی نداشتی که بخوانی، چون میدانستی که با غریزه خدادادی میتوانی در طول 2 ماه با نشان دادن علاقه به افراد دوست پیدا کنی، نه اینکه 2 سال تلاش کنی تا دیگران به شما علاقه نشان دهند. اجازه بدهید این جمله را تکرار کنم. شما میتوانید با علاقه‌مند شدن به افراد و دوست داشتن آنها در طی 2 ماه دوستان زیادی بیابید تا اینکه 2 سال تلاش کنید تا دیگران را وادار کنید که به شما علاقه‌مند شوند. با این حال من و شما افراد زیادی را میشناسیم که با علائم، نشانها و خودنمایی سعی میکنند دیگران را به خود علاقه‌مند کنند و این اشتباه بزرگی است. البته این روش مؤثر نیست، چون مردم به شما علاقه ندارند، به من هم علاقه ندارند، بلکه آنها همیشه صبح، ظهر، شام فقط خودشان را دوست دارند. شرکت مخابرات نیویورک تحقیق کوچکی را در مورد مکالمات تلفنی انجام داد تا بداند چه کلمه‌ای اغلب استفاده می شود. بله، حدستان درست است. ضمیر شخصی من، به طوری که در 500 مکالمه تلفنی 3900 بار کلمه من به کار برده شده بود. هنگامی که به یک عکس دست جمعی که خود شما هم در آن هستید نگاه می‌کنید، ابتدا به دنبال عکس چه کسی می‌گردید؟ اگر بخوایم به طور واقعی روی مردم تأثیر بگذاریم و مردم را به خودمان علاقه‌مند کنیم، ما هرگز نمی‌توانیم دوستان واقعی و صادقی داشته باشیم، چون دوستان واقعی از این طریق پیدا نمی‌شوند.
ناپلئون این روش را امتحان کرد. او در آخرین ملاقات خود با جوزفین به او گفت: جوزفین، من خوشبخت‌ترین مرد روی زمین هستم و در این ساعت در جهان تو تنها کسی هستی که به او اعتماد دارم. و تاریخدانان هنوز که هنوز است تردید دارند که آیا ناپلئون واقعاً به او اعتماد داشته یا نه. آلفرد آدلر، روانشناس مشهور ونیزی، کتابی با عنوان چه زندگی برای شما مناسب است نوشت. او در این کتاب میگوید: این خود شخص است که به دوستان خود علاقه ندارد و در زندگیش بزرگترین مشکلات را به وجود می آورد و بزرگترین ضربه ها را به دیگران وارد می کند. این افراد هستند که تمام شکست های انسان ها از آنان سرچشمه می گیرد. من و شما اگر تعداد بیشماری از کتاب های معروف روانشناسی را بخوانیم و بشنویم، نمی توانیم زیباتر و پرمعناتر از جمله آدلر پیدا کنیم. من دوباره این جمله را تکرار میکنم. این خود شخص است که به دوستان خود علاقه ندارد و در زندگیش بزرگترین مشکلات را برای خودش به وجود می آورد و بزرگترین ضربه ها را به دیگران وارد می کند. یک بار من دوره ای را برای نوشتن داستان‌های کوتاه در دانشگاه نیویورک گذراندم و در طی آن دوره سردبیر یک مجله معروف در کلاس ما صحبت کرد. او گفت: می تواند تعداد زیادی از داستان‌هایی را که روی میز کارش انباشته شده را بردارد و بعد از خواندن چند پاراگراف بفهمد که کدام نویسنده مردم را دوست دارد و کدام ندارد، چون اگر نویسنده‌ای مردم را دوست نداشته باشد، مردم داستان‌های او را دوست نخواهند داشت. اگر این امر در مورد نوشتن داستان درست باشد، مطمئن باشید در رفتار با مردم به صورت رو در رو هم حقیقت خواهد داشت. این سردبیر بی‌عاطفه در طول کلاس 2 بار صحبتش را که درباره داستان نویسی بود قطع کرد و برای موعظه کردن عذرخواهی کرد. گفت: من همان چیزی را به شما میگویم که واعظ شما به شما میگوید، اما به یاد داشته باشید اگر میخواهید یک نویسنده موفق شوید، باید مردم را دوست داشته باشید. من یک روز عصر را در رختکن هوارد ترستن که آخرین دفعه‌ای بود که به ایرادوی آمده بود گذراندم. او پیشکسوت محبوب تمام شعبده‌بازها بود و حدود 40 سال بود که به سرتاسر جهان سفر می‌کرد و با ایجاد چشمبندی و شعبده‌های اعجاب‌انگیز تمام تماشاچیان را حیرت زده و گیج و مبهوت می‌کرد. برای نمایش او بیش از 60 میلیون نفر مبلغ ورودی پرداخت کرده بودند که حدود 2 میلیون دلار برای هوارد سود به همراه داشت. من از آقای ترستن خواستم که راز موفقیتش را برایم بگوید. به طور قطع تحصیلات او ربطی به موفقیتش نداشت، زیرا وقتی یک پسر بچه بود از خانه فرار کرد و یک کارگر دوره‌گردی شد که همیشه سوار واگن‌ها میشد و در کوپه‌های علف خشک می‌خوابید و غذایش را از در خانه‌ها گدایی می‌کرد و خواندن را از نگاه کردن به علائم در طول خط آهن یاد گرفت. آیا او علم فوق‌العاده‌ای از شعبده‌بازی داشت؟ نه. او به من گفت در مورد تردستی صدها کتاب نوشته شده و خیلی از تردستان آنچه را که او میدانست آنها هم میدانستند، اما او 2 ویژگی داشت که دیگران نداشتند. اول، او توانایی بی‌نظیری داشت و میتوانست تمام خصوصیات شخصی خود را به خوبی روی صحنه تئاتر به نمایش بگذارد. او یک مجری تمام عیار نمایش بود. او طبیعت انسانها را کاملا میشناخت. هر کاری که میکرد، هر ژستی که میگرفت، همچنین آهنگ صدایش، بالا انداختن ابرویش، همه اینها کارهایی بود که از قبل به دقت تمرین شده بود. هر حرکت او به طور لحظه‌ای و فوری زمانبندی شده بود. اما علاوه بر اینها ترستن کاملا متفاوت بود. او گفت هر موقع به روی صحنه میرفت به خودش میگفت: من از این مردمی که آمدند مرا ببینند بسیار سپاسگزارم. آنها موجب شدند تا من از راه بسیار خوشایندی امرار معاش کنم، پس باید هر آنچه که در توان دارم را به آنها ارائه کنم. او هرگز به خاطر نمی آورد که حتی یک بار قدم روی صحنه گذاشته باشد و با خودش تکرار نکرده باشد که من عاشق تماشاچیانم هستم. آیا این احمقانه است؟ مسخره است؟ هر طور که دوست دارید فکر کنید. من فقط خواستم این روش را که مشهورترین شعبده‌باز جهان آن را به عنوان یک دستورالعمل به کار گرفت به شما بگویم. جورج دایک اهل پنسیلوانیا بعد از 30 سال کار در یک کارگاه تجاری مجبور شد بازنشست شود، چون قرار بود در محل کار او یک بزرگراه ساخته شود. خیلی طول نکشید که دوران بیکاری بازنشستگی او را کسل کرد. بنابراین تصمیم گرفت
وقتش را با نواختن ویولون پر کند. خیلی زود به مناطق متفاوت سفر کرد تا با ویولون زنهای حرفه‌ای ملاقات کند و موسیقی آنها را بشنود. از طریق رابطه دوستانه و متواضعانه‌ای که برقرار می‌کرد، علاقه‌مند شد تا سابقه و علاقه هر موسیقیدانی را که ملاقات می‌کند بداند. اگرچه او خود یک ویولون زن حرفه‌ای نبود، ولی در این مسیر دوستان بسیار زیادی پیدا کرد. او در رقابت‌های زیادی شرکت کرد و خیلی زود در بین طرفداران موسیقی محلی در شرق آمریکا با نام عمو جورج ویولون زن از منطقه کینزبا معروف شد. هنگامی که ما نام عمو جورج را شنیدیم او 72 سال داشت و از لحظه لحظه زندگیش لذت می‌برد. او با علاقه بیوقفه‌ای که نسبت به دیگران داشت یک زندگی جدید را برای خودش شروع کرده بود، در حالی که بقیه همسن و سالهای او فکر می‌کردند سالهای بهره‌وری آنها تمام شده. البته راز محبوب شدن تئودور روزولت هم همین رفتار بود، به طوری که حتی پیشخدمت‌هایش هم عاشقش بودند. یکی از نوکرهایش به نام جیمز ای اموس درباره روزولت کتابی نوشت و عنوان آن را تئودور روزولت قهرمان برای نوکرش نامید. در آن کتاب اموس یک اتفاق بسیار آموزنده را نقل می‌کند. یک بار همسرم از رئیس جمهور در مورد پرنده کبک پرسید. او هرگز کبک ندیده بود و رئیس جمهور کاملا برای او شرح داد که کبک چه پرنده‌ای است. چند وقت بعد تلفن کلبه ما زنگ زد. اموس و همسرش در یک کلبه کوچک در نزدیک عمارت روزولت در خلیج اویستر زندگی می‌کردند. همسرم جواب داد. آقای روزولت بود. او زنگ زده بود تا به همسرم بگوید بیرون از کلبه یک کبک وجود دارد و اگر از پنجره بیرون را نگاه کند می‌تواند آن را ببیند. چنین موردهای کوچکی در رفتار او بسیار خاص بودند. هر وقت از کنار کلبه ما رد می‌شد، حتی اگر ما او را نمی‌دیدیم صدایش را می‌شنیدیم که بلند صدا می‌کرد هی آنی، هی جیمز. و این سلام خیلی دوستانه‌ای بود. پس چگونه خدمتکاران می‌توانند او را دوست نداشته باشند؟ آیا می‌شود چون این مردی را دوست نداشت؟ یک روز که رئیس جمهور و خانم تفت بیرون رفته بودند، روزولت به کاخ سفید آمد. علاقه و دوست داشتن صادقانه او نسبت به افراد زیردست بسیار آشکار بود، چون او تمام پیشخدمت‌های قدیمی کاخ سفید را با اسم کوچک صدا می‌کرد، حتی کلفتی را که در آشپزخانه ظرف می‌شست. آرچیبوت می‌نویسد روزی او از خدمتکار آشپزخانه پرسید آیا هنوز هم نان ذرت می‌پزد؟ آلیس جواب داد گاهی اوقات برای پیشخدمت‌ها درست می‌کند، اما اعضای کاخ نان ذرت نمی‌خورند. روزولت از این جواب عصبانی شد و ناگهان فریاد زد رفتار آنها خیلی توهین‌آمیز است. اگر رئیس جمهور را ببینم به او میگویم. آلیس یک تکه نان ذرت در بشقابی گذاشت و برای او آورد. او نان را برداشت و به طرف اتاقش رفت و همینطور که نان را میخورد در مسیرش با باغبانها، کارگرها و هر کسی که سر راهش بود سلام و احوال پرسی میکرد. ایکهوور راهنمای ارشد کاخ سفید به مدت 40 سال در آنجا کار میکرد. در حالی که اشک توی چشمانش حلقه زده بود گفت در طی 2 سال آن روز تنها روز خوشحالی ما بود و هیچ کس حاضر نبود آن روز را با اسکناس $100 عوض کند. بله، در مثال مشابه دیگری از توجه به افراد کوچک و بی‌نفوذ، یک نماینده فروش به نام ادوارد ام سایکس از نیوجرسی کمک کرد تا بتواند یکی از مشتریانش را حفظ کند. سالها پیش او گزارش کرد برای فروش محصولات جانسون اند جانسون در منطقه ماساچوست مشتریان آن منطقه را برای خرید و معامله فراخواندم. یکی از مشتریان داروخانه‌ای بود در هینگهام و هر وقت که به این داروخانه می‌رفتم همیشه قبل از اینکه برای گرفتن سفارش پیش صاحب آن داروخانه بروم چند دقیقه‌ای را با صندوقدار و فروشنده نوشیدنی سودا صحبت می‌کردم. یک روز پیش صاحب داروخانه رفتم. او به من گفت آنجا را ترک کنم چون دیگر به خرید محصولات G&G علاقه‌مند نمی باشد. چون آنها فعالیت خود را بیشتر روی مواد غذایی متمرکز کردند تا ضرر و زیان داروخانه را پایین بیاورند. بعد از آن صحبت به دنبال کارم رفتم و چند ساعتی را در شهر گشت زدم و بالاخره تصمیم گرفتم برگردم و سعی کنم حداقل موقعیت خودم را برای او توضیح بدم. وقتی برگشتم مثل همیشه به کارمندان دیگر سلام کردم و پیش صاحب داروخانه رفتم. او لبخندی به من زد و به من خوش آمد گفت و 2 برابر همیشه به من سفارش داد. با تعجب به او نگاه کردم و پرسیدم
از چند ساعت قبل تا به حال چه اتفاقی افتاده؟ او به مرد جوانی که کنار دستگاه نوشیدنی سودا ایستاده بود اشاره کرد و گفت بعد از اینکه شما اینجا را ترک کردید آن پسر به نزد من آمد و گفت شما از معدود فروشندگانی بودید که وقتی وارد داروخانه می شدید به او و دیگر کارکنان سلام می دادید. او به من گفت اگر کسی لایق کار و معامله باشد شما هستید و من هم قبول کردم. از آن پس این صاحب داروخانه به عنوان یک مشتری وفادار باقی ماند. بعد از آن ماجرا دیگر هرگز فراموش نمی کنم که علاقمند بودن به افراد یکی از مهمترین ویژگی‌های یک فروشنده یا هر کس دیگری باید باشد. من از تجربه شخصی خود دریافتم با علاقمند شدن به افراد میتوان بر سرسخت‌ترین افراد هم تأثیر گذاشت و توجه، وقت و همکاری آنان را به خود جلب کرد. اجازه بدهید واضح‌تر بگویم. سالها پیش من دوره‌ای را در خصوص نوشتن داستان‌های تخیلی در مؤسسه هنر و علوم بروکلین برگزار کردم و از نویسندگان برجسته و فعالی چون کاترین نوریس هرنز، آیدا تاربل، آربرت پایسون ترهون و روپرت هویز تقاضا کردیم به بروکلین بیایند و ما را از تجربه‌های خود بهره‌مند سازند. بنابراین برای آنها نامه‌ای نوشتیم و گفتیم ما کار آنها را تحسین می‌کنیم و بسیار علاقه‌مندیم که راز موفقیت آنها را بدانیم. هر کدام از نامه‌ها توسط 150 دانشجو به امضا رسید. ما به آنها گفتیم که می‌دانیم آنها آنقدر پرمشغله هستند که نمی‌توانند برای ما سخنرانی کنند. بنابراین لیست پرسش‌های خود را ضمیمه نامه کردیم تا آنها را فقط جواب دهند. آنها از این نامه خوششان آمد. در نتیجه به بروکلین سفر کردند تا دست یاری به ما دهند. با استناد از همین روش من افراد برجسته و سرشناسی را از جمله لسلی شاو وزیر دارایی کابینه تئودور روزولت، جورج دابلیو ویکرزهام دادستان کابینه تفت، ویلیام جنینگز برایان فرانکلین دی روزولتی و بسیاری دیگر از افراد را متقاعد کردم تا به کلاس‌های ما بیایند و با دانشجویان دوره سخنرانی عمومی ما صحبت کنند. همه ما به عنوان کارگران یک کارخانه یا کارمندان یک شرکت یا حتی پادشاه یک سرزمین همه مردمی را دوست می‌داریم که ما را تحسین می‌کنند. به عنوان مثال فرمانروای بیرحم آلمانی در زمان جنگ جهانی اول نفرت انگیزترین فرد روی زمین بود. حتی وقتی برای نجات دادن جان خودش به هلند فرار کرده بود ملتش علیه او قیام کردند. نفرت مردم نسبت به این فرمانروا آنقدر شدید بود که میلیون‌ها نفر آرزو می‌کردند او را قطعه کنند یا به طور زنده او را بسوزانند. اما در گیرودار این همه خشم و نفرت یک پسر کوچک نامه‌ای بسیار ساده و صادقانه پر از مهربانی و ستایش برای حاکم آلمان نوشت. پسر کوچک گفت این مهم نیست مردم چه فکر می‌کنند. او همیشه عاشق ویلهلم امپراتور سرزمینش خواهد بود. فرمانروا آنقدر تحت تاثیر آن نامه قرار گرفت که پسر کوچک را دعوت کرد تا او را از نزدیک ببیند. بنابراین آن پسر کوچک همراه مادرش به دیدار فرمانروا رفت و سرانجام فرمانروا با مادر پسر ازدواج کرد. آن پسر کوچک نیازی نداشت کتاب آیین دوستیابی را بخواند یا بشنود، چون او خود به طور غریزی این را می‌دانست. اگر بخواهیم دوست بیابیم، باید خودمان را وقف انجام دادن کاری برای دیگران کنیم. کاریابی که نیاز به زمان، انرژی، فداکاری و تفکر دارد. هنگامی که دوک ویندسور پرنس کشور ونز بود، تصمیم گرفت به آمریکای جنوبی سفر کند. قبل از اینکه سفر خود را آغاز کند، چندین ماه به مطالعه زبان اسپانیایی پرداخت تا بتواند به زبان مردم آن کشور برایشان سخنرانی کند و به همین دلیل مردم آمریکای جنوبی او را بسیار دوست داشتند. چند سال پیش که به فکر پیدا کردن تاریخ تولد دوستانم افتادم، اگرچه ذره‌ای به طالع‌بینی اعتقاد نداشتم، ولی کارم را شروع کردم. از دوستانم میپرسیدم آیا باور دارند که تاریخ تولد هر کس با شخصیت و خلق و خوی آن فرد ارتباط دارد؟ سپس از آنها میخواستم ماه و روز تولدشان را به من بگویند. مثلا اگر یکی از آنها میگفت 24 نوامبر، دائم با خودم تکرار میکردم 24 نوامبر، 24 نوامبر. همین که او برمیگشت سریع اسم و تاریخ تولد او را یادداشت میکردم و بعد آن را به دفترچه‌ای که برای این منظور درست کرده بودم منتقل میکردم. در آغاز هر سال تاریخ تولدها را در تقویم زمانبندی میکردم و هر وقت که به تقویم نگاه میکردم خود به خود متوجه تاریخ تولد دوستانم میشدم و در آن روز برای روز تولدش یک نامه یا تلگرام میفرستادم.
عجب ضربه تکان دهنده‌ای میشد. من در روی زمین تنها کسی بودم که تاریخ تولد آنها رو به یاد داشتم. اگر می‌خواهیم دوست بیابیم، باید با مردم با شور و نشاط و اشتیاق سلام و احوال پرسی کنیم. هر وقت کسی به شما تلفن می‌کند، همین روش روانشناسی رو به کار ببرید. بگویید سلام، با آهنگ و لحنی که نشان بدهد از تماس آن فرد خوشحال شده اید. بسیاری از شرکت‌ها به اپراتورهای تلفن می‌آموزند در لحن و صدای خود با علاقه و اشتیاق به تلفن کننده ها سلام کنند، زیرا از این طریق تلفن کننده احساس می‌کند آن شرکت به او اهمیت می‌دهد. نشان دادن علاقه به دیگران نه تنها موجب پیدا کردن دوست می‌شود، بلکه موجب می‌گردد تا مشتریان نسبت به آن شرکت وفادار بمانند. در یکی از شماره‌های انتشارات بانک ملی آمریکای شمالی در نیویورک، نامه مادرین روزدیل، یکی از پرداخت کنندگان بانک، چاپ شد. متن نامه به این شرح بود: دوست دارم مراتب قدردانی و سپاس خود را از کارمندان بانک شما اعلام دارم. همه بسیار مؤدب، با نزاکت، خیرخواه و کمک کننده هستند. واقعا جای خوشحالی است که بعد از ایستادن در یک صف طولانی، کارمند بانک با افراد اینطور خوش برخورد رفتار می‌کند. سال گذشته مادر من به مدت 5 ماه در بیمارستان بستری بود و من اغلب پیش ماری پتروسلو که کارمند بانک بود میرفتم. همیشه نگران مادرم بود و در مورد سلامتی و بهبودی او از من میپرسید. آیا شما فکر میکنید با این تعریف ها خانم روزدیل دوباره از این بانک استفاده کند؟ چارلز آروالدز مأموریتی در یکی از بزرگترین بانک های نیویورک داشت. او باید گزارش محرمانه ای را تهیه کند. او فقط یک نفر را میشناخت که میتوانست حقایقی را که او نیاز دارد در اختیارش بگذارد. وقتی آقای والترز به اتاق رئیس جمهور راهنمایی شد، یک زن جوان سرش را داخل اتاق کرد و به رئیس جمهور گفت برای آن روز هیچ تمبری باقی نمانده. رئیس جمهور به آقای والترز توضیح داد برای پسر 12 سالم تمبر جمع میکنم. آقای والترز در مورد مأموریتش توضیح داد و صحبتش را شروع کرد. رئیس جمهور بسیار بی‌حوصله و گیج و گنگ بود و اصلاً دوست نداشت صحبت کند. هیچ چیز نمیتوانست او را متقاعد کند که با والترز حرف بزند. بنابراین صحبت و مصاحبه آنها خیلی مختصر و بیفایده بود. وقتی که آقای والترز داستان را برای کلاس تعریف میکرد گفت راستش در آن موقعیت نمیدانستم چه کار کنم تا اینکه گفته‌های منشی رئیس جمهور را به خاطر آوردن تمبر، پسر 12 ساله و غیره یادم آمد. بخش امور خارجی بانک از روی نامه‌هایی که از سرتاسر قاره‌ها فرستاده میشد تمبرها را برداشته و جمع‌آوری می‌کنند. عصر روز بعد به دیدن رئیس جمهور رفتم و به او گفتم برای پسرش تمبر آوردم. آیا من با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفتم؟ بله. البته اگر به منظور موضوع قبلی رفته بودم او نمی‌توانست با من با شور و اشتیاق دست بدهد. او با میل و رغبت لبخندی زد و در حالی که تمبرها را لمس می‌کرد گفت جورج من عاشق این تمبرهاست. به اینا نگاه کن، این واقعا یک گنج است. اول 1.5 ساعت در مورد تمبرها حرف زدیم، بعد عکس‌های پسرش را نگاه کردیم، سپس بدون اینکه من تقاضایی بکنم به مدت بیش از 1 ساعت تمام اطلاعاتی را که می‌خواستم در اختیارم گذاشت و هر چه را می‌دانست به من گفت و بعد به زیردستان و دستیارانش تلفن کرد و از آنها اطلاعات بیشتری گرفت. در اصطلاح گزارشگران روزنامه خبرهای محرمانه‌ای به دستم افتاده بود. نمونه دیگری در اینجا برای شما ذکر می شود. سی ام نافل از فیلادلفیا سالها بود تلاش می کرد تا به یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ سوخت بفروشد، اما آن فروشگاه زنجیره‌ای از یک فروشنده غریبه‌ای که اهل شهر دیگری بود سوخت خریداری می کرد و همیشه دست رد به سینه نافل می زد. آقای نافل یک شب قبل از اینکه سر کلاس من بیاید تعریف کرد چقدر از دست این فروشگاه زنجیره‌ای عصبانی است و گفت که این گونه افراد برای مردم بلا هستند و هر روز از خودش میپرسید چرا نتوانسته با آنها سوخت بفروشد. من به او پیشنهاد کردم از روش‌های دیگری استفاده کند. ما بین اعضای کلاس مذاکره‌ای را در مورد اینکه آیا گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نفع مردم است یا به ضرر آنها برپا کردیم. نافل به پیشنهاد من قرار شد از فروشگاه زنجیره‌ای دفاع کند. سپس مستقیم پیش مدیر آن فروشگاه زنجیره‌ای رفت و گفت من به اینجا نیامدم که به شما سوخت بفروشم. من آمدم تا از شما درخواست کنم به من لطفی بکنید. بعد در مورد مذاکراتش با او صحبت کرد و گفت
من آمدم تا از شما تقاضای کمک کنم. هیچ کس به اندازه شما نمیتواند برای من سودمند باشد و بسیار مشتاقم که در این مذاکره برنده شوم و به خاطر کمکی که در این زمینه به من میکنید صادقانه قدردانی میکنم. بقیه داستان آقای نافل از زبان خودش به این شرح است. من از مدیر خواستم فقط 1 دقیقه از وقتش را در اختیار من بگذارد و او با درک زیاد قبول کرد که مرا ببیند. هنگامی که مشکلم را برایش عنوان کردم به من اشاره کرد بنشینم و بعد 1 ساعت و 47 دقیقه با من صحبت کرد. او به مدیر دیگری که در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب نوشته بود تلفن کرد و از او اطلاعاتی گرفت. همچنین او متنی را به انجمن ملی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوشت و 1 کپی از مذاکره مورد بحث را به من داد. او معتقد بود فروشگاه‌های زنجیره‌ای خدمت بسیار بزرگی را به مردم عرضه می‌کنند و اعتراف کرد از اینکه به هم نوعان خود خدمت می‌کند افتخار می‌کند. وقتی که صحبت می‌کرد چشمانش می‌درخشیدند و من باید اعتراف کنم او چشم‌های مرا به آنچه که حتی خوابش را هم نمی‌دیدم باز کرد. او تمام طرز فکر مرا عوض کرد. وقتی داشتم میرفتم به طرف من آمد، دستش را روی شانه‌ام گذاشت و آرزو کرد که در مذاکره‌ام موفق شوم و از من خواست هر چند وقت 1 بار به او سر بزنم و گزارش کارم را به او بدهم. آخرین کلامی که به من گفت این بود: لطفاً در فصل بهار به دیدنم بیا، من دوست دارم برای سفارش سوخت با تو وارد معامله بشوم. این برای من 1 معجزه بود. چون بدون اینکه من به او پیشنهاد بدهم او خود درخواست خرید سوخت کرد. من در طول 2 ساعت به او و به مشکلاتش بیشتر علاقه‌مند شدم تا در طول 10 سال که سعی می کردم او را به خودم و به محصولاتم علاقه‌مند کنم. در اینجا باید بگویم آقای نافل حقیقت جدیدی را کشف نکرده، بلکه سالها پیش حدود 100 سال قبل از تولد مسیح 1 شاعر معروف رومی به نام پابلیلیوس سیروس چنین بیان کرد: ما وقتی به دیگران علاقه‌مند می‌شویم که دیگران به ما علاقه‌مند شوند. البته نشان دادن علاقه و دوست داشتن باید خالصانه باشد. نه تنها باید برای کسی که علاقه نشان می‌دهد مفید باشد، بلکه برای فردی که مورد علاقه قرار می‌گیرد نیز باید سودمند باشد. به عبارت دیگر این 1 جاده 2 طرفه است و هر 2 طرف باید بهره‌مند شوند. مارتین کینگزبرگ که در یکی از دوره‌های آموزشی در جزیره لانگ در نیویورک شرکت کرده بود، توصیف کرد که چطور علاقه خاص و صادقانه 1 پرستار به طور عمیق زندگی او را تحت تأثیر قرار داده. آن روز شکرگزاری بود و من 10 سال داشتم و در یکی از بخش‌های بیمارستان خیریه بستری بودم. قرار بود فردای آن روز تحت عمل جراحی استخوان قرار بگیرم. میدانستم که برای دوره نقاهت باید چند ماه زندانی بشوم و درد بکشم. پدرم فوت شده بود. من و مادرم در 1 آپارتمان کوچک با کمک خیریه زندگی می‌کردیم و آن روز مادرم نتوانست به ملاقات من بیاید. آن روز که گذشت بدجوری احساس تنهایی، ترس و ناامیدی کردم. میدانستم که مادرم در خانه تنهاست و نگران من و هیچ کس هم پیش او نیست و حتی پول کافی ندارد که بتواند برای مراسم شکرگزاری شام تهیه کند. اشک از چشمانم جاری شد و سرم را زیر بالش گذاشتم و پتو را کشیدم و آرام و بی صدا شروع به گریه کردم. آنقدر به من فشار آمد که درد تمام بدنم را فرا گرفت. 1 پرستار جوان که دانشجو هم بود صدای حقحق من را شنید و به طرفم آمد. پتو را از روی صورتم کنار زد و اشکهای مرا پاک کرد. او به من گفت او هم تنهاست و به علت کارش باید از خانواده‌اش دور باشد و بعد از من خواست که با او شام بخورم. او رفت و 2 سینی غذا آورد: بوقلمون تکه شده، پوره سیب زمینی، سس تمشک و بستنی برای دسر. او با من صحبت کرد و سعی کرد مرا آرام کند. اگرچه ساعت کار او تا 4 بعد از ظهر بود، اما تا ساعت 11 شب پیش من ماند. با من بازی کرد و آنقدر حرف زد تا بالاخره خوابم برد. تا 10 سالگی روزهای شکرگزاری زیادی را پشت سر گذاشته بودم، اما این یکی همیشه در خاطرم زنده بود، چون درست روزی که حس تنهایی، ترس و ناامیدی تمام وجودم را فرا گرفته بود، با دست نوازش و مهربان 1 غریبه همه آن دردها برایم قابل تحمل شدند. اگر می‌خواهید دیگران شما را دوست داشته باشند و اگر می‌خواهید دوستان واقعی پیدا کنید، به دیگران و خودتان کمک کنید. این اصل را در ذهن خود نگه دارید. اصل اول: از صمیم قلب
دیگران را دوست داشته باشید. فصل دوم. یک روش ساده برای ایجاد اولین تأثیر مطلوب. در یک مهمانی شام در نیویورک یکی از مهمانان خانم که ثروت هنگفتی را به ارث برده بود بسیار مشتاق بود تا بر دیگر مهمانان حاضر تأثیر خوشایندی بگذارد. او پول خیلی زیادی را برای نمایش دادن لباس پوست سمور، مروارید و الماس هدر داده بود، اما هیچ کاری برای جذاب جلوه دادن صورتش نکرده بود و چهره بسیار ترش رو و خودخواهانه‌ای داشت و این چیزی بود که دیگران تشخیص می‌دادند اما خود او نمی‌دانست. بنابراین آراستگی چهره خیلی مهمتر از آراستگی لباس تن میباشد. چارلز شواب به من گفت لبخندش $1,000,000 می‌ارزد، اما او همه حقیقت را نمی‌گفت، زیرا شخصیت، جذابیت و توانایی او در اینکه مردم را وامی داشت تا او را دوست داشته باشند همه عوامل موفقیت فوق‌العاده او بودند و یکی از دلچسب‌ترین عوامل در شخصیت او لبخند گیرای او بود که بیش از $1,000,000 ارزش داشت. 200 گفته چون نیم کردار نیست. به عبارت ساده تر، صدای عمل همیشه رساتر از صدای حرف است و لبخند به ما میگوید من تو را دوست دارم، تو مرا شاد میکنی، من از دیدن تو خوشحال هستم. پس به همین دلیل است که سگها همیشه موفقند. آنها از دیدن ما آنقدر خوشحال میشوند که در پوست خود نمی گنجند. بنابراین طبیعتا ما هم از دیدن آنها خوشحال میشویم. لبخند یک نوزاد هم همان تأثیر را دارد. آیا تا به حال در سالن انتظار مطب دکتر بوده اید؟ آیا دیده اید که چطور تمام افراد با چهره غمگین و ساکت بی‌صبرانه منتظر نوبتشان هستند؟ دکتر استفن کی اسپرول، دامپزشک شهر میسوری، از یک روز خاص بهاری برایم تعریف کرد. سالن انتظار پر از مراجعین بود و همه منتظر بودند تا حیوانات خانگی آنها معاینه شوند. همه ساکت بودند و شاید در این فکر بودند که به جای بیهوده نشستن در مطب می توانستند به کارهای دیگرشان برسند. او برای یکی از شاگردان کلاس من گفت حدود 6 یا 7 ارباب رجوع در انتظار بودند که یک خانم به همراه نوزاد 9 ماهه و بچه گربه‌اش وارد شد. از روی خوششانسی او کنار آقای نشست که به خاطر انتظار طولانی آشفته شده بود. بعد از مدتی آن نوزاد به آن آقا نگاه کرد و به او لبخند دلنشینی زد. به نظر شما آن آقا چه کرد؟ همان کاری که من و شما می‌کردیم. او هم به نوزاد لبخند زد. خیلی زود سر صحبت را با آن خانم باز کرد و در مورد نوزاد آن خانم و نوه‌های خودش حرف زدند و بعد هم تمام جمع آنجا وارد این گفتگو شدند و آن محیط خسته کننده و پرفشار به یک جلسه خوشایند و لذت بخش تبدیل شد. البته من در مورد لبخندی صحبت می کنم که واقعی و دلگرم کننده باشد و از ته دل برآید و در بازار داد و ستد بسیار گرانبها باشد، چون خنده ریاکارانه نه تنها هیچ کس را نمی تواند فریب دهد، بلکه مردم از آن لبخند متنفر و منزجرند. پروفسور جیمز وی مککانل، روانشناس دانشگاه میشیگان، احساسات خودش را در مورد لبخند اینطور ابراز می کند: افرادی که لبخند میزنند می توانند خوب مدیریت کنند، بیاموزند و به طور مؤثر بفروشند و فرزندان شادتری را تربیت کنند. در لبخند اطلاعات بیشتری وجود دارد تا در اخم و به همین دلیل است که تشویق نسبت به تنبیه وسیله آموزشی مؤثرتری است. مدیر اشتغال یک فروشگاه بزرگ در نیویورک به من گفت او ترجیح میداد به جای استخدام یک دکتر فلسفه با چهره افسرده یک کارمند فروش استخدام کند که تحصیل کرده نباشد اما چهره شاد و خندانی داشته باشد. تأثیر لبخند بسیار بانفوذ است حتی اگر دیده نشود. شرکت‌های مخابرات در سرتاسر آمریکا برنامه‌ای دارند به نام تأثیر تلفن و این برنامه به کارمندانی عرضه می‌شود که برای فروش خدمات و محصولات خود از تلفن استفاده می‌کنند. در این برنامه آموزش داده می شود که در هنگام صحبت کردن با تلفن لبخند بزنید، زیرا لبخند شما از صدای شما مشخص می گردد. رابرت گرایر، مدیر بخش کامپیوتر شرکت سینسیناتی اوهایو، توضیح داد که چگونه توانست با موفقیت متقاضی مناسبی را برای موقعیت شغلی بسیار سختی پیدا کند. خیلی سخت تلاش می‌کردم تا یک دکترای علوم کامپیوتری برای شرکتم استخدام کنم. سرانجام یک جوان با تمام خصوصیات ایدئال که در شرف فارغ التحصیل شدن از دانشگاه پردو بود را استخدام کردم. بعد از چندین مکالمه تلفنی متوجه شدم از چند شرکت دیگر که بزرگتر و معروفتر از شرکت من بودند پیشنهاد کار داشته.
وقتی که او پیشنهاد من را قبول کرد خیلی خوشحال شدم. بعد از اینکه کارش را شروع کرد از او پرسیدم چرا شرکت من را به شرکت دیگران ترجیح داده. او یک لحظه مکث کرد و گفت فکر میکنم به این دلیل بود که مدیران شرکت‌های دیگر پشت تلفن خیلی سرد و خشک صحبت میکردند، اما صدای شما خیلی گرم بود و به گونه‌ای به نظر میرسید که انگار از حرف زدن با من خوشحالید و واقعا دوست دارید که من عضوی از شرکت شما باشم. بله، شما میتوانید مطمئن باشید که من هنوز هم تلفن‌هایم را با لبخند جواب میدم. رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکت‌های کاوچو در آمریکا بنابر مشاهداتش به من گفت افراد به ندرت در کارهایشان موفق می‌شوند مگر اینکه کار خود را همراه با شادی و تفریح انجام دهند. این مدیر صنعتی به ضرب المثل قدیمی که میگوید کار سخت کلید جادویی موفقیت است هیچ اعتقادی ندارد. او اظهار داشت من افرادی را میشناسم که در کارشان بسیار موفق بودند و از کار کردن لذت میبردند و بعدها همان افراد را دیدم که با کنار گذاشتن تفریح و سرگرمی فقط به کار کردن سخت مشغول شدند تا حدی که کار آنها خسته کننده شد و آنها شادی کارشان را از دست دادند و این منجر به شکست در کارشان شد. اگر توقع دارید افراد در ملاقات با شما شاد باشند، شما نیز در ملاقات با آنها باید خوشرو باشید و اوقات را به خوشی بگذرانید. من از هزاران کارمند که در زمینه تجارت کار می‌کنند خواستم به مدت 1 هفته در هر ساعت از روز به 1 نفر لبخند بزنند و بعد نتیجه این رفتار خود را برای کلاس گزارش دهند. حالا ببینیم تأثیر این رفتار چگونه بوده است. نامه‌ای از ویلیام بی استینهارت یکی از سهامداران بورس نیویورک به دست من رسید که نمونه‌ای از صدها نامه دیگر بود. او در نامه‌اش نوشت بیش از 18 سال است که ازدواج کردم. در تمام این سالها از صبح که بیدار می شدم تا وقتی به سر کار می رفتم 2 کلمه هم با همسرم حرف نمی زدم و به او حتی لبخند هم نمی زدم. من بد اخلاق ترین فردی بودم که در شهر برادوی قدم می زد. هنگامی که شما از من خواستید لبخند زدن را تجربه کنم با خودم گفتم این کار را برای 1 هفته انجام می دهم. بنابراین صبح روز بعد وقتی داشتم موهایم را شانه می زدم به قیافه افسرده‌ام در آینه نگاه کردم و به خودم گفتم بیل امروز قرار است که اخم و کجخلقی را از صورتت پاک کنی و لبخند بزنی. بعد از همین حالا شروع کنی. و وقتی برای خوردن صبحانه پشت میز نشستم با لبخند به همسرم گفتم صبح بخیر عزیزم. شما به من گفتید طرف مقابل ممکن است تعجب کند، اما واکنش او را دست کم گرفتید. همسرم گیج و مبهوت شده بود و من به او گفتم از این به بعد هر روز صبح این کار را انجام خواهم داد. تغییر رفتار من باعث شد که در طی 2 ماه شادی به خانه ما بیاید. حتی وقتی که میخوام سر کار بروم به متصدی آسانسور و دربان ساختمان با لبخند صبح بخیر میگویم، یا زمانی که در باجه بلیط فروشی مترو از صندوقدار بقیه پولم را میخواهم به او لبخند میزنم، یا وقتی که در اداره بورس اوراق بهادار ایستادم به افرادی که قبلا هرگز لبخند مرا ندیده بودند لبخند میزنم. خیلی زود متوجه شدم که دیگران هم در واکنش به من لبخند میزنند، بنابراین با همه کسانی که با شکایت و ناراحتی پیش من میآیند با خوشرویی رفتار میکنم. من لبخند میزنم و به صحبتهای آنها گوش میدهم و به این موضوع پی میبرم که رفتار خوشایند و سازگار با دیگران بسیار آسان و سودمند است، چرا که با لبخند زدن توانستم هر روز بر دلارهای خود اضافه کنم. من با یک کارگزار دیگر در اداره بورس اوراق بهادار شریک هستم. یکی از کارمندان او پسر بسیار مؤدب و دوست داشتنی است. من در مورد فلسفه جدید روابط انسانی و اینکه این فلسفه را به کار بردم و نتیجه مطلوبی گرفتم صحبت کردم. او اعتراف کرد وقتی برای اولین بار برای شراکت در شرکت آمده بودم فکر می‌کردم شما یک آدم بد اخلاق و خشن هستید، اما اخیراً عقیده‌ام عوض شده و میگویم که شما یک انسان واقعی و دوست داشتنی هستید. علاوه بر آن تصمیم گرفتم انتقاد و سرزنش را هم کنار بگذارم و قدردانی و تحسین را جایگزین آن کنم. دیگر در مورد آنچه که خودم میخواهم صحبت نمی کنم و سعی می کنم بیشتر نظرات دیگران را مورد توجه قرار دهم و همه این رفتارهای ساده زندگی مرا متحول ساخته، به طوری که اکنون یک فرد کاملا متفاوت، خوشحال، ثروتمند و موفق در دوستی و شادی می باشم. حوصله ندارید لبخند بزنید؟ پس باید چه کرد؟ 2 راه وجود دارد. یکی این که خود را مجبور به لبخند زدن کنید. اگر تنها هستید سعی کنید سوت بزنید یا زیر لب آوازی را زمزمه کنید
طوری رفتار کنید که انگار از قبل خوشحال بوده اید و حالا هم به تأثیر از آن شاد هستید. ویلیام جیمز فیلسوف روانشناس در این خصوص فلسفه ای را به این شرح عنوان می کند. اینطور به نظر می رسد که عمل از احساس پیروی می کند، اما در واقع عمل و احساس هر دو با هم و همراه هم می باشند، بدین صورت که با کنترل عمل که به طور مستقیم تحت کنترل اراده می باشد می توانیم به طور غیر مستقیم احساساتی را که تحت کنترل اراده نیستند مهار کنیم. بنابراین اگر شادی و شور ما از بین رفته، اراده مطلق ما در جهت ایجاد خوشحالی میتواند این حس را فعال کرده و به گونه‌ای عمل کند که انگار این شور و نشاط از قبل وجود داشته. هر کسی در جهان به دنبال شادی است و فقط یک راه مطمئن برای به دست آوردن آن وجود دارد و آن هم این است که افکارتان را کنترل کنید. حس شادی به شرایط بیرونی بستگی ندارد، بلکه به شرایط و حالتهای درونی هر فرد وابسته است. به عبارت دیگر، این که شما چه دارید، که هستید، کجا هستید، چه کاری انجام می دهید، اینها شما را خوشحال یا ناراحت نمی کنند، بلکه نحوه تفکر شماست که زندگی شما را شاد یا اندوهگین می سازد. برای مثال، دو نفر در یک مکان مشترک مشغول به انجام یک کار می باشند و هر دو از ثروت و موقعیت اجتماعی یکسانی برخوردارند. اما با این همه یکی ممکن است آدم شاد و پرنشاطی باشد و دیگری افسرده و غمگین. چرا؟ به این دلیل که طرز تفکر آنها متفاوت است. من خود به وضوح در شهرهای نیویورک، شیکاگو یا لس آنجلس افراد خوشحالی را دیدم که در اداره‌های مجهز به دستگاه‌های تهویه مطبوع مشغول به کار هستند و به همان اندازه افراد روستایی فقیری را دیدم که در گرمای طاقت فرسای بیابان با قدیمی‌ترین ابزار در دسترس زحمت می‌کشند، به شدت عرق می‌ریزند و همیشه دارای چهره خوشرو و پرنشاطی هستند. شکسپیر معتقد است هیچ خوب و بدی وجود ندارد مگر اینکه ما با طرز فکر خود آن خوب و بد را بسازیم. لینکلن در اظهارات خود گفت همه مردم به همان اندازه‌ای که تصمیم می‌گیرند و اراده می‌کنند می‌توانند خوشحال باشند. حق با اوست، چون نمونه بارز این حقیقت را من زمانی دیدم که داشتم از پله‌های ایستگاه راه آهن لانگ آیلند در نیویورک بالا می‌رفتم. درست جلوی من 30 یا 40 پسر معلول بودند که با چوب دستی و چوب زیر بغل سعی می کردند از پله ها بالا بروند و یکی از پسرها را هم بغل کرده بودند و داشتند بالا می بردند. من از خنده و شادابی آنها متعجب شدم و از مسئول آنها علت این امر را پرسیدم. او گفت بله، وقتی یک نفر تشخیص می دهد که قرار است تا آخر عمر معلول بماند، ابتدا شوکه می شود، اما بعد خیلی راحت این سرنوشت را میپذیرد و مثل آدمهای معمولی با شادی و امید به زندگیش ادامه میدهد. کلاهم را برای آن پسرها برداشتم و ادای احترام کردم. آنها درسی به من دادند که امیدوارم هیچ وقت فراموش نکنم. کار کردن در یک اتاق بسته، آن هم تنها، موجب می شود فرد احساس تنهایی بکند و فرصتهای دوست شدن با دیگر کارمندان را هم از دست بدهد. بانو ماریا گونزالز از مکزیک چون این شغلی داشت. او وقتی صدای خنده و حرفهای کارکنان دیگر که دوستی خود را با هم تقسیم می کردند را می شنید، حسرت می خورد و هفته های اول وقتی از کنار آنها عبور می کرد، از خجالت یک طرف دیگر را نگاه می کرد. بعد از چند هفته او به خودش گفت ماریا، تو نباید منتظر بمانی تا دیگران به سراغ تو بیایند، تو باید بروی آنها را ملاقات کنی. روز بعد او به طرف آب سرد کن رفت و در حالی که از روی شادی لبخند میزد به همه گفت سلام، حالتون چطوره؟ این رفتار بلافاصله تأثیر خود را گذاشت و همه برگشتند و جواب سلام او را دادند. به زودی همه با او آشنا شدند و بعد هم ارتباط آنها بسیار دوستانه شد. ماریا خیلی خوشحال بود که هم شغل و هم زندگیش جالبتر و شادتر شده بود. در اینجا قطعه‌ای از توصیه‌های زیرکانه مقاله نویس و ناشر بزرگ به نام آلبرت هوبارت را برای شما می‌خوانیم و به خاطر داشته باشید که شنیدن آن برای شما هیچ فایده‌ای نخواهد داشت مگر اینکه به آن عمل کنید. وقتی از خانه بیرون می‌روید، چانه خود را به داخل بکشید. سر را بالا نگه دارید و ریه‌های خود را تا آنجا که ممکن است پر از اکسیژن کنید.
جام شور و نشاط را سر بکشید، با لبخند به دوستانتان سلام کنید و با دل و جان دست آنان را در دست خود بفشارید. از این که مورد سوء تفاهم قرار بگیرید نترسید و حتی یک لحظه را هم برای فکر درباره دشمنانتان هدر ندهید. خیلی محکم و استوار تصمیم بگیرید چه کاری دوست دارید انجام دهید. سپس بدون اینکه جهت خود را تغییر بدهید مستقیم به سمت هدفتان حرکت کنید. ذهن خود را روی چیزهایی که دوست دارید انجام دهید متمرکز کنید. با گذشت زمان می‌بینید که به طور ناخودآگاه به فرصت‌هایی چنگ انداخته اید که برای برآورده کردن نیازها و آرزوهای شما ضروری هستند. درست مثل حشره مرجانی که طعمه خود را از میان جزر و مد پرتلاطم می‌گیرد. در ذهن خود تصور کنید می‌خواهید یک فرد مفید و جدی باشید و طرز تفکر شما هر ساعت و هر لحظه شما را به آن فرد خاصی که در ذهن خود ساخته اید نزدیک و نزدیکتر می‌کند. بله، طرز تفکر بسیار مهم است. سعی کنید در ذهن خود رفتارها و طرز فکرهای درست و مهیجی از قبیل شجاعت، صداقت و شادابی را حفظ کنید، چون درست فکر کردن خلق کردن است. همه چیز از سرچشمه آرزو و خواستن به دست می آید و هر نیاز و درخواست صادقانه ای به نتیجه می رسد. شخصیت و رفتار ما بر حسب هر آنچه که در قلب‌های ماست شکل می گیرد. چانه خود را به داخل و سر خود را بالا نگه دارید. مردم چین باستان افراد بسیار با تدبیر و عاقلی بودند و یک ضرب المثل معروف داشتند که ما هم باید آن را نوشته و داخل کلاهمان بچسبانیم. این ضرب المثل میگوید یک فرد بدون داشتن چهره خندان نباید مغازه باز کند. لبخند شما پیام آور حسن نیت شماست. لبخند شما به دیگران روح میبخشد. همچنین برای کسی که افراد را معمولاً با اخم و ترش رویی میبیند، لبخند شما همانند خورشیدی است که از لابلای ابرها بیرون میآید. به خصوص وقتی که آن فرد از سوی رئیس، مشتری، معلم، والدین و فرزندانش تحت فشار باشد. بنابراین یک لبخند میتواند به او کمک کند بفهمد همه چیز ناامیدی نیست، بلکه شادی‌های فراوانی در دنیا وجود دارد. سالها پیش یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهر نیویورک وقتی متوجه شد که کارمندان فروش در آنجا به علت شلوغی و بروبیای کریسمس تحت فشار زیادی هستند، لیستی که شامل نکات رفتاری بسیار ساده‌ای بود را پیش روی کارمندان و مشتریانش قرار داد. با هم این لیست را میشنویم. ارزش لبخند در کریسمس. لبخند هیچ هزینه‌ای در بر نمیگیرد، اما بسیار خلق میکند و سازنده است. اگر لبخند بزنید نه تنها هیچ چیز از دست نمی دهید، بلکه دیگران را از لبخند خود غنی می سازید. لبخند در یک لحظه اتفاق می افتد، اما برای همیشه در خاطر می ماند. کسانی که بدون لبخند زندگی می کنند ثروت زیادی ندارند و کسانی که با لبخند زندگی می کنند از منافع آن همیشه ثروتمند هستند. لبخند شادی را به خانه می آورد، حسن نیت را در تجارت افزایش می دهد و امضای متقابل دوستان می باشد. لبخند استراحت خسته ها، امید ناامیدان و شادی افسرده هاست و بالاخره بهترین پادزهر طبیعت برای تمام مشکلات است. بنابراین لبخند را نمیتوان خرید، نه گدایی کرد، نه قرض کرد و نه دزدید، زیرا لبخند تا وقتی که بخشیده نشود هیچ نفع و فایده‌ای برای دیگران ندارد. و اگر در آخرین دقیقه رفت و آمد کریسمس که دارید خرید میکنید و فروشندگان ما آنقدر خسته هستند که به شما لبخند نمیزنند، ممکن است از شما خواهش کنیم که شما لبخند بزنید. در نتیجه لبخند را کسانی نیاز دارند که هیچ چیز برای بخشیدن ندارند. اصل دوم، لبخند بزنید. فصل سوم، به خاطر سپردن نام افراد، یک راه ساده برای رسیدن به موفقیت. در سال 1898 یک اتفاق غم‌انگیز در راکلند گانتی در نیویورک روی داد. یک بچه مرده بود و در آن روز همسایه‌ها آماده می‌شدند تا به مراسم خاکسپاری بروند. از طرف دیگر جیم فارلی به طویله رفت تا اسبش را به طرف آخر آبخوری ببرد. زمین از برف پوشیده شده بود، هوا سرد بود و زمین لغزنده شده بود.
آن اسب چند روزی بود که تمرین داده نشده بود و وقتی به سمت آخر می رفت از روی بازیگوشی چرخید و هر دو پایش را بلند کرد و در هوا لگد زد که موجب کشته شدن جیم فارلی شد. از این رو روستای کوچک استونی در آن هفته به جای 1 2 مراسم خاکسپاری داشت. جیم فارلی بعد از مرگ خود 1 بیوه، 3 فرزند و چند صد دلار پول بیمه به جای گذاشت. بزرگترین پسر او که جیم نام داشت 10 ساله بود که کار کردن خارج از خانه را شروع کرد. او در یک دکان آجرپزی کار می‌کرد. شن و ماسه را در قالب می‌ریخت و بعد از شکل گرفتن قالب آن را برمیگرداند تا آجرها در آفتاب خشک شوند. این پسر هیچگاه شانس درس خواندن پیدا نکرد، اما با مهر و محبت صمیمانه‌ای که داشت می‌توانست دیگران را به خود علاقه‌مند کند. بنابراین بعدها وارد علم سیاست شد و با گذشت سالها توانایی مرموزی را در خود پرورش و توسعه داد، به گونه‌ای که می‌توانست اسامی افراد زیادی را به خاطر بسپارد. او هرگز داخل یک مدرسه را ندید، اما قبل از سن 46 سالگی 4 کالج به او درجه افتخار داده بودند و او رئیس کمیته ملی دموکراتیک و رئیس کل اداره پست آمریکا شده بود. من یک بار با جیم فارلی مصاحبه‌ای داشتم و از او راز موفقیتش را پرسیدم. او گفت کار سخت و من گفتم شوخی نکن. سپس از من پرسید من در مورد دلیل موفقیت او چه فکر میکنم؟ جواب دادم من میدانم که شما میتوانید 10,000 نفر را با نام کوچکشان صدا کنید. او گفت نه، اشتباه میکنی. من میتوانم 50,000 نفر را با اسم کوچکشان صدا کنم. بله، اشتباه نکنید. توانایی خاص آقای فارلی به او کمک کرد تا هنگامی که در سال 1932 مبارزات سیاسی روزولت را به عهده گرفته بود، فرانکلین روزولت را در کاخ سفید به کرسی بنشاند. در طول سالهایی که جیم فارلی به عنوان فروشنده برای کارخانه سنگ گچ سفر می‌کرد و در طی سالهایی که منشی شهرداری استونی پوینت بود، توانست برای به خاطر سپردن اسامی افراد سیستمی را در ذهن خود ابداع کند. در ابتدای کار این روش خیلی ساده بود. هر وقت که فرد آشنایی رو ملاقات می‌کرد، از او اطلاعاتی را در مورد نام، خانواده، عقاید سیاسی و تجاری و دیگر حقایق مربوط به او می‌پرسید و سپس همه اطلاعات را همانند یک تصویر در حافظه خود ثبت می‌کرد و دفعه بعد که دوباره همان شخص را می‌دید، حتی 1 سال بعد از دیدن اول، بسیار دوستانه با او دست می‌داد، احوال خانواده‌اش را می‌پرسید و حتی در مورد گل‌های ختمی حیات آنها که در چه وضعی هستند نیز می‌پرسید. بنابراین تعجبی نداشت که همه دوستدار و طرفدار او باشند. چند ماه قبل از شروع مبارزات سیاسی روزولت برای رئیس جمهور شدن، جیم فارلی هر روز صدها نامه برای مردم ایالت‌های غربی و شمال غربی می‌نوشت. سپس در طی 19 روز با پیمودن مسافت 12,000 مایل به 20 ایالت با استفاده از وسایل نقلیه موتور، قایق، قطار و اتومبیل مسافرت کرد. او به هر شهری که می‌رسید مردم آنجا را هنگام نهار، شام یا صبحانه ملاقات می‌کرد و بسیار خودمانی و صمیمانه با آنها صحبت می‌کرد. سپس دوباره به سفر خودش ادامه می‌داد. به محض اینکه به شرق باز می‌گشت، به هر فرد که در شهر ملاقات کرده بود نامه‌ای می‌فرستاد و از او می‌خواست که برایش لیستی از مهمانانی که او با آنها صحبت کرده بود را فراهم کند. آخرین لیستی که به دست او می‌رسید شامل هزاران هزار اسم بود. با این حال دوباره هر شخصی که در آن لیست بود نامه بسیار دوستانه و زیرکانه‌ای از طرف جیم دریافت می‌کرد. جیم نامه‌های خود را این گونه آغاز می‌کرد: بیل عزیز یا جین عزیز، و همه نامه‌ها با نام جیم به امضا می‌رسیدند. جیم فارلی خیلی زود کشف کرد یک فرد بیش از اسمهای افراد دیگر به اسم خود علاقه‌مند است. پس اگر اسم او را به خاطر بسپارید و بعدها به راحتی او را صدا بزنید، به طور مؤثر و زیرکانه‌ای او را مورد ستایش و تمجید قرار دادید. اما اگر اسم او را فراموش کنید یا با املای غلط بنویسید، خود را در وضعیت نامطلوب قرار داده اید. برای مثال من یک بار در شهر پاریس یک دوره آموزش سخنرانی عمومی ترتیب دادم و نامه‌هایی را برای ساکنین آمریکایی این شهر فرستادم. تایپیست فرانسوی انگلیسیش زیاد خوب نبود و بعضی از اسمها را اشتباه نوشت. در نتیجه یک نفر که مدیر بانک بزرگ آمریکایی در پاریس بود، نامه بسیار سرزنش کننده و نیشداری برای من نوشت، چون املای اسم او غلط نوشته شده بود.
گاهی اوقات به خاطر سپردن اسمها بسیار دشوار است، به خصوص که تلفظ آنها هم مشکل باشد. بسیاری از افراد به جای اینکه اسمهای سخت را یاد بگیرند یا از صدا زدن آنها صرف نظر می کنند یا افراد را با لقب‌های آسان صدا می زنند. سید لوی یکی از مشتریانش را با نام نیکودموس پاپادولوس برای معامله فراخواند. بیشتر افراد او را نیک صدا می زدند، اما لوی به ما گفت قبل از اینکه او را ملاقات کنم سعی کردم اسم او را چندین بار با خودم تکرار کنم و یاد بگیرم. هنگامی که او را با اسم کامل صدا زدم و گفتم عصر بخیر آقای نیکودموس پاپادولوس، او شوکه شد و برای چند دقیقه هیچ جوابی از او نشنیدم. سرانجام در حالی که اشک از روی گونه‌هایش می‌غلتید به من گفت آقای لوی، 15 سال است که در این کشور زندگی می‌کنم و تا به حال هیچ کس سعی نکرده بود که اسم من را درست و کامل صدا بزند. دلیل موفقیت اندرو کارنگی چه بود؟ با اینکه اطلاعات زیادی درباره ساخت فولاد نداشت، او را با لقب شاه فولادی خطاب می‌کردند. صدها تن از کارگرانی که برای او کار می‌کردند خیلی بیش از او درباره فولاد می‌دانستند، اما او خوب می‌دانست چطور افراد را کنترل و هدایت کند و این دلیل ثروتمند شدن او بود. در اوایل زندگیش او استعداد خود را در ارتباط با سازماندهی و مدیریت همچون یک نابغه کامل نشان داد و در سن 10 سالگی به این نکته دست یافت که افراد اهمیت بسیار حیرت انگیزی به اسم خود می‌دهند و از این شگرد برای جلب همکاری استفاده کرد. برای مثال، وقتی یک پسر بچه بود و در اسکاتلند زندگی می‌کرد، یک خرگوش ماده گرفت و آن را نگه داشت. اما به زودی خرگوش‌های او زیاد شدند و او یک آشیانه پر از خرگوش‌های کوچک داشت. ولی او برای غذا دادن به آنها هیچ چیزی نداشت جز یک فکر بسیار زیرکانه. او به تمام دختر پسرهای همسایه گفت اگر آنها بروند و شبدر و گیاه قاصدک برای غذای خرگوش‌ها فراهم کنند، اسم قشنگ آنها را روی خرگوش‌ها می‌گذارد. این طرح بسیار جادویی عمل کرد و کارنگی هیچ وقت آن را فراموش نکرد. سالها بعد او با استفاده از همین طرح روانشناسانه توانست در تجارت صاحب میلیون‌ها دلار پول شود. برای مثال او می‌خواست ریل‌های فولادی را به راه آهن پنسیلوانیا که مدیرش آقای جی ادگار تامسون بود بفروشد. بنابراین اندرو کارنگی یک آسیاب فولادی بسیار بزرگ در پترزبورگ ساخت و نام آن را آسیاب فولادی ادگار تامسون نهاد. حالا یک معما وجود دارد. ببینید می توانید حدس بزنید هنگامی که راه آهن پنسیلوانیا به ریل‌های فولادی احتیاج پیدا کرد، جی ادگار تامسون از کجا آنها را خرید؟ هنگامی که کارنگی و پولمن بر سر برتری یافتن در تجارت واگن‌های تخت خوابدار راه آهن با هم دعوا می‌کردند، شاه فولادی دوباره درس خرگوش‌ها را به یاد آورد. شرکت حمل و نقل مرکزی که تحت کنترل اندرو کارنگی بود، با شرکت پولمن در کشمکش و منازعه بود و هر دو تلاش می‌کردند تا معامله واگن‌های تخت خوابدار را از آن خود کنند. برای همین دائم با هم مخالفت می‌کردند، سر قیمت‌ها بحث می‌کردند و بالاخره تمام شانس سود این کار را از دست می‌دادند. یک روز هر دو برای خرید شرکت واگن‌های تخت خوابدار از راه آهن متحد آرام به نیویورک رفته بودند تا برای انجام این معامله به دیدن هیئت مدیران این شرکت بروند. عصر یکدیگر را در هتل نیکولاس ملاقات کردند. کارنگی گفت عصر بخیر آقای پولمن، آیا ما هر دو احمق نیستیم؟ پولمن جواب داد منظورتان چیست؟ سپس کارنگی آنچه را که در ذهن خود داشت به زبان آورد. او توضیح داد آنها می توانند به جای دعوا و مخالفت کاری کنند که هر دو طرف سودمند شوند. پولمن با حضور ذهن گوش کرد اما کاملا متقاعد نشد. سرانجام او پرسید اسم شرکت جدید را چه می‌گذاری و کارنگی به سرعت جواب داد شرکت قصر واگن‌های پولمن. پولمن خوشحال شد و گفت بیا تو اتاق من با هم صحبت کنیم. بله، آن مذاکره منجر به یک تاریخ صنعتی شد. پس سیاست به خاطر سپردن و گرامی داشتن اسم دوستان و همکاران یکی از رازهای موفقیت مدیریت اندرو کارنگی بود. او به این حقیقت که بسیاری از کارگران کارخانه‌اش را با نام کوچک آنها صدا می‌زند افتخار می‌کرد و خوشحال بود که هیچگاه هیچ اعتصابی در کارخانه فولاد او رخ نداده است.
بنتون لاو رئیس شرکت بازرگانی تگزاس معتقد است هرچه یک شرکت بزرگتر می‌گردد بیروحتر و سردتر نیز می‌شود و برای بانشاد کردن آن یک راه وجود دارد و آن به خاطر سپردن نام افراد است. او به من گفت نمی‌تواند اسم افراد را به یاد بیاورد و از طرف دیگر بخش مهمی از کار خود را نیز فراموش می‌کند و مثل این است که در شن فرو می‌رود. کارن کیرش از کالیفرنیا مهماندار هواپیمایی TWA تمرین می‌کرد تا اسامی مسافران کابینش را یاد بگیرد و هنگامی که به آنها سرویس می‌دهد آنها را با اسم صدا کند. این عمل او باعث شد همه به طور مستقیم از او تعریف و تمجید کرده یا از آژانس هواپیمایی تشکر کنند. یکی از مسافران نوشت: من تا به حال با TWA پرواز نکرده بودم، اما از این به بعد فقط با TWA سفر خواهم کرد، چون به گونه‌ای برخورد کردند که من حس می کردم این خط هوایی متعلق به خود من است و این برای من خیلی مهم است. افراد به نامهای خود افتخار می کنند و تلاش می کنند به هر قیمتی که شده آن را زنده نگه دارند. برای مثال P.T. بارنوم بزرگترین مجری نمایش در زمان خود که بسیار سرسخت و پرهیاهو بود، از اینکه پسری نداشت تا نام او را زنده نگه دارد بسیار غمگین بود. بنابراین به نوه خود مبلغ $25,000 پیشنهاد کرد تا او نام خود را بارنوم بگذارد. و در طول قرنها بسیاری از افراد بزرگ و درباریان، هنرمندان، موسیقیدانان و نویسندگان را حمایت می‌کردند تا آنها آثار خلاق خود را به آنها تقدیم کنند. کتابخانه‌ها و موزه‌ها غنی‌ترین مجموعه و کلکسیون‌های خود را مدیون افرادی هستند که دوست ندارند نام آنها از خاطره مردم پاک شود. به عنوان مثال، کتابخانه عمومی نیویورک دارای مجموعه کتاب‌هایی است که به نام استور و لنوکس نامگذاری شده است. یا موزه مرکزی متروپولیتن اسامی بنجامین التمن و جی پی مورگان را بر خود دارد. همچنین تمام کلیساها با شیشه‌های رنگی تزیین شده اند تا نام اهدا کنندگان کلیسا را زنده نگه دارند. یا بسیاری از ساختمان‌های دانشگاه‌ها به اسم اهدا کنندگان آنها که در ساختن آنها و کمک مالی به دانشگاه سهم بسزایی داشتند نامگذاری شده. بیشتر افراد اسمها را به خاطر نمی‌آورند. دلیلش ساده است. چون آنها هیچ وقت و انرژی را صرف نمی‌کنند که تمرکز بگیرند، اسمها را تکرار کنند تا بتوانند آن اسامی را به طور همیشگی به حافظه خود بسپارند و همیشه بهانه‌شان این است: خیلی گرفتاری دارند و سرشان شلوغ است. اما به طور حتم از فرانکلین دی روزولت پرمشغله تر نبودند، به طوری که روزولت سعی می‌کرد حتی اسامی مکانیک هایی که با او در تماس بودند را به خاطر بسپارد. به عنوان مثال شرکت کریسلر یک ماشین ویژه برای آقای روزولت ساخت، چون او به علت فلج بودن پاهایش نمیتوانست از ماشین‌های استاندارد استفاده کند. W.F. چمبرلین و یک مکانیک آن ماشین را به کاخ سفید تحویل دادند. من در اینجا نامه‌ای از آقای چمبرلین دارم که مربوط به تجربیاتش می باشد. او در نامه‌اش نوشت: من به رئیس جمهور روزولت آموختم که چطور با استفاده از ابزار عجیب و غریب آن ماشین را هدایت کند و او به من آموخت که چگونه با استفاده از هنرهای زیبا با مردم رفتار کنم. در بخش دیگری از این نامه آقای چمبرلین می نویسد: وقتی که به کاخ سفید رفتم آقای رئیس جمهور بسیار خوشحال و خندان بود. او مرا با اسم کوچکم صدا کرد و طوری رفتار می کرد که من احساس راحتی می کردم و با شور و اشتیاق به من می گفت علاقه‌مند است هر آنچه را که دارم به او نشان بدهم و بگویم. برای او ماشینی را طراحی کرده بودم که به طور کامل با دست کار می‌کرد و برای دیدن آن جمعیت زیادی به دورش جمع شده بودند. آقای روزولت گفت: من فکر می‌کنم این خارق‌العاده است. فقط کافی است یک دکمه را فشار دهید تا ماشین شروع به حرکت کند بدون اینکه هیچ تلاشی کرده باشید. من فکر می‌کنم این بی‌نظیر است. من نمی‌دانم چه وسیله‌ای باعث حرکت آن می‌شود. دوست دارم قطعات آن را از هم جدا کنم تا ببینم چطور کار می‌کند. هنگامی که دوستان و همکاران روزولت آن ماشین را مورد تحسین و ستایش قرار دادند، روزولت در حضور همه گفت: آقای چمبرلین، من سعی، تلاش و زمانی را که برای ساختن این ماشین پیشرفته صرف کرده اید ستایش می‌کنم. از شما قدردانی می‌کنم و اعتراف می‌کنم شغل شما بسیار بزرگ و مقتدر است. سپس او عملکرد رادیاتور، آینه مخصوص جلو، ساعت، نورافکن‌های ویژه، نوع پوشش مبل صندلی‌ها، جایگاه راننده،
چمدان‌هایی که در صندوق عقب قرار می‌گرفتند و رمزدار بودند، خلاصه تمام جزئیات و قطعات ماشین را که من برای آنها زحمت کشیده بودم را یاد کرد و گفت همه چیز قابل تحسین است. سپس توجه خانم روزولت، خانم پرکینز، دبیر حزب کارگر و منشیش را نیز به تمام قطعات و تجهیزات گوناگون ماشین جلب کرد. حتی مستخدم و باربر کاخ سفید را پیش ماشین آورد و گفت جورج، تو باید خیلی مراقب چمدان‌ها باشی. وقتی که آموزش رانندگی تمام شد، رئیس جمهور برگشت و به من گفت خب آقای چمبرلین، بهتر است که من سر کار برگردم، چون هیئت بانکی فدرال نیم ساعتی است که منتظر من هستند. من با خودم یک مکانیک را به کاخ سفید بردم و او را به روزولت معرفی کردم. او اصلاً با رئیس جمهور حرف نزد، چون خیلی خجالتی بود و آقای روزولت هم بیش از یک بار اسم او را نشنیده بود. اما قبل از اینکه کاخ سفید را ترک کنیم، رئیس جمهور به دنبال آن مکانیک آمد، با او دست داد، اسمش را صدا زد و از او برای اینکه به واشنگتن آمده بود تشکر کرد و من مطمئن بودم این رفتار او ظاهری نیست، بلکه صمیمانه است و با احساس واقعی از او سپاسگزاری می‌کند. چند روز پس از این که از نیویورک برگشتم، یک نامه تشکر با دستخط خود رئیس جمهور روزولت به همراه یک عکس از او دریافت کردم که از من به دلیل همکاری قدردانی کرده بود، اما اینکه چطور وقت کرده بود آن را انجام دهد برای من مرموز است. فرانکلین دی روزولت می‌دانست که ساده‌ترین، آشکارترین و مهمترین راه به دست آوردن رضایت و حسن نیت این است که نام افراد را به خاطر بسپاری و با آنها حس مهم بودن بدهی. خب چه تعداد از ما این کار را انجام می‌دهیم؟ گاهی اوقات که با یک غریبه آشنا می‌شویم، فقط چند دقیقه با او صحبت می‌کنیم و سپس بدون اینکه نام او را به خاطر بسپاریم از او خداحافظی می‌کنیم. اولین درسی که یک سیاستمدار در این خصوص یاد می‌گیرد این است که به خاطر سپردن نام یک رأی دهنده سیاستمداری است و به یاد نیاوردن آن فراموشی است. توانایی به خاطر سپردن نام‌ها همانطور که در سیاست از اهمیت زیادی برخوردار است، به همان اندازه در تجارت و روابط اجتماعی نیز حائز اهمیت است. ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و پسر برادر ناپلئون کبیر به خود می‌بالید که به رغم تمام وظایف و امور سلطنتیش می‌تواند نام هر کسی را که ملاقات می‌کند به خاطر بسپارد. فن او چه بود؟ خیلی ساده. او اگر اسمی را به وضوح نمی‌شنید می‌گفت متاسفم، اسمتان را واضح نشنیدم. سپس اگر آن اسم عجیب بود میگفت اسم شما چطور نوشته می شود؟ در طی مکالماتی که با افراد داشت این سختی را به خود میداد تا اسم آن فرد را چندین مرتبه با خود تکرار کند و سعی می کرد اسم آن فرد را با چهره، خصوصیات و جملات آن فرد تطبیق داده و در ذهن خود تداعی کند. اگر آن فرد شخص مهمی بود به دردسر بیشتری میافتاد. همین که تنها میشد او سریع اسم را در یک تکه کاغذ مینوشت، به آن نگاه میکرد، تمرکز میگرفت، سپس او را با اطمینان به ذهنش میسپرد. بعد از آن کاغذ را پاره میکرد و با این روش او هم تصویر شنیداری و هم تصویر دیداری آن نام را به دست میآورد. امرسون معتقد است تمام این کارها وقت گیرند، اما رفتارهای خوب همه از فداکاری‌های کوچک شکل می‌گیرند. اهمیت به خاطر سپردن و به کارگیری اسمها فقط حق انحصاری پادشاهان یا مجریان حقوقی نیست، بلکه به کار همه ما می‌آید. کن ناتینگهام، یکی از کارمندان شرکت موتورسازی جنرال در ایندیانا، معمولاً در غذاخوری شرکت نهار می‌خورد. یک بار او متوجه خانمی شد که پشت پیشخوان کار می‌کرد و چهره اخم‌آلودی داشت. 2 ساعت تمام بود که ساندویچ درست میکرد و من هم از او خواستم تا یک ساندویچ برایم درست کند. او همبرگر من را روی ترازوی کوچک وزن کرد و بعد یک برگ کاهو، چند تا چیپس روی آن گذاشت و به من داد. روز بعد که دوباره برای ناهار خوردن به آنجا رفتم، همان خانم با همان چهره اخم‌آلود را دیدم. ناگهان متوجه برچسب اسم او شدم و با لبخند گفتم سلام یونیس و سفارش ساندویچ دادم. او بدون اینکه توجهی به ترازو بکند چند تا همبرگر و 3 کاهو و مقدار زیادی چیپس توی ساندویچ من انباشته کرد و به من داد. ساندویچ من آنقدر بزرگ شده بود که از بشقاب بیرون میریخت. ما باید از اثر جادویی که در یک اسم نهفته است آگاه شویم
و هرگاه که با کسی ملاقات یا معامله می‌کنیم باید بدانیم که نام او حداقل دارایی اوست و بسیار برای او اهمیت دارد. نام هر کس او را از بقیه جدا می‌کند و او را در جمع دیگران منحصر به فرد می‌سازد. بنابراین اطلاعاتی را که به شما منتقل می‌کنیم یا تقاضایی که از شما داریم این است که وقتی در موقعیتی با شخصی ملاقات می‌کنید به نام او اهمیت دهید، از گارسون گرفته تا مدیران رده بالا. پس فراموش نکنید نام در رفتار با دیگران بسیار اهمیت دارد و تأثیر جادویی به جای می‌گذارد. اصل سوم، به خاطر داشته باشید نام فرد برای او شیرین ترین و مهمترین کلمه است که از هر زبانی میشنود.